عدم همکاری مصطفی هجری با رضای پهلوی، البته ظاهرا در دیدارهایی که آقای پهلوی داشتن طرفداران ایشون رو با انیشیال خطاب میکردن، یعنی آرپی جان میگفتن، به همین خاطر گفتیم که مورد پسند طرفدارانشون باشن. عدم همکاری هجری با آرپی جان یعنی آقای رضای پهلوی و طلاق مرکز همکاری احزاب و رجوع آقای عبدالله مقتدی. ما سعی میکنیم این رو بررسی بکنیم. البته من اگر شرایط مساعدی باشه حتما بایستی به زبان جافی هم در فیسبوک این روند رو نقد بکنم. بفرمایید. نمیدونم اینجا کی الان مدریتور هست و کی میتونه که این گفتگوی امشب رو اداره بکنه. بله، منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب حیدری و همه دوستان و حاضرین در روم. بله، همونطور که در تاپیک ذکر شده، عدم همکاری هجری با رضا پهلوی، طلاق مرکز همکاری احزاب و رجوع مقتدی. در دیروز مصطفی هجری مصاحبه‌ای با تلویزیون BBC آقای ژیارگل داشتن که در اون مصاحبه ادعا میکنن ما به عنوان رهبر حزب دموکرات و به کردها در کردستان ایران هیچ همکاری با رضا پهلوی نداریم. بعد دلیلش هم در حد 2 دقیقه در فیلمی که موجوده و در BBC گذاشتن هست. البته قرار بود اون مصاحبه کامل رو BBC پخش بکنن، ولی کلا چیزی که موجوده 2 دقیقه و 40 ثانیه است. حرفای البته مصطفی ظاهرا هجری. آقای حکیمی کل مصاحبه رو در دسترس عموم قرار دادن، ولی خب ما موفق نشدیم که ببینیم. خب تا دوستان که بقیه دوستان که هستن، ما امشب من یه سری میزنم بعد از این که حرفام الان تموم شد دوستان دیگه حرف بزنن. خب امشب میخوایم با پرداختن و تحلیل این موضوع و ادعای مصطفی هجری و پاسخی هم که آقای عبدالله مهتدی در فیسبوک خودشون به عنوان پاسخ به افکار عمومی در خصوص همکاری مرکز همکاری دادن و تفسیر و تحلیلش از زاویه‌های مختلفی که بهش قراره بپردازیم امشب بحث روم ما باشه. دوستان دیگه بفرماین. حالا سلامی علیکی یا مقدمه ای. من الان یه نگاهی به BBC میندازم جناب حیدری و به تلویزیون حزب دموکرات اگه باشه خب خوبه. اون مصاحبه کامل رو ظرف چند دقیقه من ببینم میتونم پیدا بکنم. بفرمایید دوستان دیگه، خوش اومدید. بله، عرض سلام دارم خدمت شما آقای حیدری و یاران عزیز. خب قبل از هر چیزی اجازه بدید من یک تاریخچه کوتاهی از این سازمانی که اسمش را مرکز همکاری احزاب کردستان ایران گذاشتند خدمت دوستان یاران و شنوندگانی که ما را میشنوند عرض بکنم. خب این سازمان چند سال پیش در توافقی بین حزب دموکرات کردستان و حزب دموکرات کردستان ایران و کمله زحمتکشان و کمله‌ای که منتسب به آقای عبدالله مقتدی و کمله‌ای که منتسب به آقای عمر خانی زاده بودند شکل گرفت. یعنی 2 تا کمله و 2 تا دموکرات و سازمان خبات کردستان ایران که متشکل از 5 حزب بود. بعدها که 2 تا حزب دموکرات دوباره یک دست شدند و ظاهراً در اتحادی که چند ماه پیش اعلام کردند حزب دموکرات سابق را دوباره گرد هم آوردن و کمله هم همینطور. سازمان خبات هم بعد از مدتی اعلام جدایی کرد و در انتقاد به اینکه اینها در صدد همکاری با جمهوری اسلامی یا آنچه که اونا میگفتند مذاکره با جمهوری اسلامی هستند و ما جمهوری اسلامی را به رسمیت نمیشناسیم و آماده
مذاکره با جمهوری اسلامی نیستیم. سازمان خبات ناگفته نمونه که گرایش هایی به مجاهدین خلق دارد و با مجاهدین خلق در همکاری هستند. نه، جزء این شورای ملی مقاومت آقا. بله جزء شورای ملی مقاومتن که سازمان مجاهدین تشکیل دادن. این تاریخچه کوتاهی از این مرکز همکاری احزاب بود که به امروز رسیده و فعلا که کموله و دموکرات دارن اونو تشکیل میدن که دو تا کموله و دو تا دموکرات که همدیگه رو گرفتن شده دو حزب، یعنی اتحادی بین دو حزب. تمامیت همکاریشون در یک سری بیانیه های مشترک در رابطه با مسائلی که در جامعه روی میده ظاهرا یا مسائل سیاسی ایران. چیز دیگری مشخصا چیز دیگری از اونا شنیده یا دیده نشده است که امروز ظاهرا به تضاد با هم دیگه برخوردن و آنچه را که امروز در این کلاب خواهیم داشت تحلیل و نقدی در این رابطه است. بفرمایید. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت آقای حیدری و تمام دوستان و یارانی که تشریف دارن. من از تاریخچه‌شون من زیاد اطلاعات ندارم، یعنی من زیاد اینفورمیشن ندارم خوشبختانه، ولی در مورد این صحبتایی که اگر لازم شد شما در موقع آمادگی رو داشتین من پخش میکنم. صحبتهای آقای مصطفی هجری رو من در BBC پیدا کردم که نزدیک به 26 دقیقه هستش، لازم دونستید پخش کنم و در مورد صحبتاشم صحبت خواهیم کرد. متشکرم. بله یاکوت، تشکر از شما. منم گفتم یه سلام علیک بگم یاران عزیز و حاضرین در روم. توضیح لازم رو آقای طاها دادن، زحمت کشیدن توضیح دادن و مقدمه رو گفتن. من ترجیح میدم که فایل ها پخش بشه، این صحبت هایی که آقای هجری کردن و آقای معتدی هم یک چیزی نوشتن، یک جوابیه یه جورایی نوشتن، اونم بخونیم حتما. در جریان کلاب من در خدمت شما هستم حتما. تشکر از شما آقای دیاکو. سلام و عرض ادب خدمت آقای حیدری و یاران عزیز. خسته نباشید. من متاسفانه سر کارم، فعلا شرایط صحبت کردن ندارم و اگه شرایطش بود بعدا در خدمت شما هستم. مرسی. وقتتون بخیر آقای حیدری و یاران عزیز و همچنین حاضرین در روم. در خدمت شما هستیم. آقای دیاکو لطف کنید شما فایل صوتی مصطفی هجری رو پخش بکنید. بله چشم حتما. استان‌های کردستان، کرمانشاه، ایلام و آذربایجان غربی شاهد وسیع‌ترین پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، فراخوان‌های اعتصاب و اعتراض احزاب کرد با استقبال مردم کرد ایران روبرو شد. استان‌های کردستان، کرمانشاه، ایلام و آذربایجان غربی شاهد وسیع‌ترین اعتراضات علیه حکومت بودند. مقامات امنیتی حکومت ایران بارها با تجزیه طلب خواندن احزاب کرد آنان را عامل ناآرامی‌ها در ایران خواندند. سپاه پاسداران چند هفته پس از آغاز اعتراضات پایگاه‌های این احزاب که در کردستان عراق مستقرن را هدف حملات شدید پهپادی و موشکی قرار داد. ایران به حکومت اقلیم کردستان و دولت عراق فشار آورده که از فعالیت این احزاب کرد در عراق جلوگیری کنند. حزب دموکرات کردستان ایران با بیش از 7 دهه فعالیت یکی از احزاب مؤثر کرد ایران است. چرا احزاب کرد خارج از جغرافیای کردها در ایران فعالیت سیاسی ندارند؟ آیا این احزاب کرد حاضرند برای براندازی جمهوری اسلامی با سایر چهره‌های مخالف از جمله رضا پهلوی ائتلاف کنند؟ این پرسش و پرسش‌های دیگر از مصطفی هجری، رئیس مرکز رهبری حزب دموکرات کردستان ایران.
آقای دیاکوس مایکتون بسته است. آقای دیاکوس صدای منو داری؟ من معذرت میخوام چون از طریق یوتیوب پخش میکنم، به خاطر این تبلیغاتش من بستمش. الان شروع شد. بله. شاهد تحولات وسیعی بوده. شما این وضعیت رو چجوری ارزیابی میکنی؟ به نظر من این وضعیت چندین پیام در بر داره. یکی این که جمهوری اسلامی ایران در چند ماه گذشته ایران شاهد تحولات وسیعی بوده. شما این وضعیت رو چجوری ارزیابی میکنی؟ به نظر من این وضعیت چندین پیام در بر داره. یکی این که جمهوری اسلامی که از روز اول بر سر کار آمدنش سعی کرد بین ملیت‌های مختلف ایران تفرقه ایجاد بکنه و با اتهامات واهی که نظیر تجزیه طلبی وابسته بودن به بیگانه، ضد انقلاب بودن و الی آخر، و خیلی روی این هزینه کرد. ولی این اتحادی که به وجود آمد در واقع یک پیام نی بسیار قوی و پرمعنا بود برای رژیم جمهوری اسلامی درباره شکستش در این راه. این یک مسئله مهم بود. از طرف دیگه خود اتحاد بین ملیت‌های مختلف ایرانی و میان همه اقشار و همه شهرها و حتی شهرک‌های ایران و شرکتشون در این راهپیمایی‌ها و تظاهرات نشان از یک پارچگی این ملت داره و نشان میده که مردم بعد از 40 و چند سال سلطنت رژیم جمهوری اسلامی ایران به ناامید شدند و اگر زمانی به نام اصلاح طلب و غیره میخواستند این امید واهی را به مردم بدهند که جمهوری اسلامی گام به گام میتواند به سوی دموکراسی پیش برود، معلوم شد که این کاملا یه تصور باطل بوده و نشان داد که رژیم جمهوری اسلامی ایران بعد از اون همه که مردم ایران تحمل کردند، ولی هیچ امیدی برای اصلاح این رژیم باقی نمونده و یک پارچه و متحد با انواع عقاید مذهبی، سیاسی، اجتماعی متحد شدن در براندازی این رژیم. شما نقش احزابی مثل حزب دموکرات کردستان ایران در سازماندهی در فراخوان‌هایی که داده بود برای اعتراضات در چند ماه گذشته پس از مرگ ژینا مهسا امینی، فکر میکنید تا چه حد فراخوان‌های شما مؤثر بود؟ جمهوری اسلامی که همیشه تبلیغ میکرد که اینها از بین رفتن، نموندن، تأثیری ندارند، ولی بعد از به خاک سپردن ژینا در شهر سقز، ما مرکز همکاری احزاب اپوزیسیون کرد ایرانی که حزب دموکرات کردستان ایران هم عضوی از آن است، از مردم کردستان خواستیم که بعد از به خاک سپردن ژینا اعتصاب بکنند و بعد از اون هم درخواست کردیم که به خیابان‌ها بیاند و مردم یک پارچه جواب مثبت دادن به این خواست و از اونجا بود که گسترش پیدا کرد و سراسر ایران را فرا گرفت. یعنی در واقع میتونم بگم که نطفه این خیزش از دیاکوز میخوام ببخشید، ایشون کاملا دارن دروغ میگن. ادعا میکنن بعد از به خاک سپاری ژینا ما به عنوان احزاب کرد یا سازمان همکاری بیانیه دادیم که مردم اعتصاب بکنن و به خیابانها بیاین. ایشون دروغ میگه. بعد از 3 ماه
3 ماه بعد از شروع این اعتراضات اینا شروع کردن به بیانیه دادن. تا قبل از این اصلا فیلم ها یا یک سری کلیپ ها موجوده که اینا کاملا سکوت کرده بودن. بیانیه اگه صادر می شد از طرف جوانان محلات بود فقط، که ما که گفتیم و بعدش هم ثابت شد که اینا درست شده خود حاکمیت بودن. این بیانیه‌هایی هایی که جوانان محلاتی که هیچ کی ازشون مثلا مشخص نبود، تا 2 ماه 3 ماه بعد از این خاکسپاری ژینا و این اعتراضات، سازمان همکاری هیچ بیانیه‌ای نداشتن. اینا سکوت کرده بودن و در نهایت در فراز مهاباد و اشنوی و اینا که مردم تا اون موقع همش میگفتن که احزاب چرا سکوت کردن، همین مصطفی هجری پشت دوربین اومدن و از مردم خواستن که تظاهرات نکنن، تصاویر نامتمدنانه از خودشون نشون ندن و با زدن انگ و برچسب به مردم متعین شده در خیابانی که قصد گذار از مؤسسات و عبور از مؤسسات حاکمیت دولت ایرانی رو داشت حمله کرد و مردم رو وادار به این کرد که به مؤسسات حاکمیتی دست نزنن. در فراز مهاباد این اتفاق افتاد. ایشون کاملا دارن دروغ میگن. این بیانیه هایی که بعد از 3 ماه که از این اعتراضات گذشته بود، با کمک خود حاکمیت و پروژه خود حاکمیت بود که اینا بیانیه میدادن واسه تعطیلی مغازه و اعتصابات و اینا، که خود صنف ها و اماکن همکاری میکردن در تعطیلی این، با ایجاد رعب و وحشت همکاری میکردن که مغازه‌های مردم رو ببندن و اونم کلا به 1 هفته بیشتر طول نکشید که اعتصاباتشون هم تموم شد. همش 1 هفته یا 10 روز طول کشید. ایشون اینجا دارن کاملا دارن دروغ میگن. میگن بعد از مرگ مهسا ما اقدام کردیم و بیانیه دادیم. بفرمایید. کردستان و بر اثر راهنمایی‌های احزاب کرد بود. رژیم جمهوری اسلامی هم برای اولین بار اعلام کرد که به قول اونها این اغتشاشات از کردستان سرچشمه گرفته و احزاب کرد که اونها ضد انقلاب میخوانند پیشرو این سازماندهی بودند. چند هفته بعد از شروع اعتراضات، پایگاه‌های شما، دفاتر شما و کومله و احزاب دیگر در کردستان عراق هدف موشک‌ها و بمباران پهپادهای سپاه پاسداران بوده. به باور شما چرا در اون برهه این حملات به دفاتر شما صورت گرفت و در آخرین بار 13 نفر کشته شدند؟ خواست که اون بخش از مردم ایران که با رژیم جمهوری اسلامی ماندن نشان بده که رژیم جمهوری هنوز اقتدارش رو داره و در واقع تلافی بکنه این کارهایی را که این برنامه‌ریزی هایی را که احزاب اپوزیسیون کرد ایران انجام دادن و به این جهت این بمباران ها را شروع کرد و همانطور که اشاره کردی تعداد زیادی از پیشمرگان و همچنین زنان و کودکان شهید شدند در این بمباران. همین چند هفته پیش بود که یک انفجار در مهمات سازی در یک مجتمع ببخشید صنایع آقای دفاع. دیاکو، ببخشید. این آقای هجری داره دروغ میگه، مثل سگ داره دروغ میگه. جمهوری اسلامی اگه میخواست تلافی کنه از حزب دموکرات و کومله، قبلش بهشون خبر نمیداد که میخوام بمبارانتون کنم. قبلش بهشون خبر 3 روز 4 روز قبل این بمباران بهشون خبر داد. و کومله اومد اردوگاهشو جمع کرد، نیروهاشو از اردوگاه خالی کرد. ولی حزب دموکرات همیشه چون دنبال شهید سازیه، یه این زن و بچه ها رو تو اردوگاه گذاشت تا اینا شهید بشن، به قول خودشون ازشون شهید سازی بکنه که بگه ما کشته دادیم. این داره دروغ میگه. یعنی اگه جمهوری اسلامی میخواست تلافی کنه و اینا کاری بودن که بهشون خبر نمیداد. ما همه میدونیم. من اردوگاه های اینا رو میشناسم، میدونم کجا قرار گرفتن.
باور کنید با 5 تا کماندو، ببخشید، با 5 تا کماندو میشه این اردوگاه رو جمع کرد، گوش عبدالله مهتدی و مصطفی هجری رو گرفت برد ایران. یعنی خیلی راحت دیگه، چه احتیاج داد به پهباد و این همه هزینه کنه که شما رو بمباران کنه. بعد من یه سوال واسم پیش اومد از اول حرفای آقای هجری. این بحث از ملیت‌های ایران کرد، بعد گفت ایران، ملیت‌های ایران و از این حرفا. بعد یه دقیقه گفت اتحاد ملت ایران. من نمیدونم، یا من نمیفهمم، درک نمیکنم اینو، ولی نمیفهمم چطوری میشه چند تا ملیت در یک واحد سیاسی، یک جغرافیای سیاسی وجود داشته باشن، بعد همه اینا یه ملت رو تشکیل بدن. این واقعا واسه من سواله. نمیدونم همچین چیزی هست در دنیا که چند تا ملیت در یک واحد جغرافیایی باشن و همشون در عین حال یک ملت هم باشن. ایران در اصفهان. بفرمایید آقای سعید. بخش رای دیاکو عذر میخوام، من امیدوارم که نتم همکاری کنه من بتونم شرکت کنم. نکته جالبی گفتن آقای قانع گفتن که چند تا ملت توی یک واحد باشن و بعد دوباره همشون با هم بشن یک ملت. چیز جالب بود که جای دنیا نیست، معمولا فقط توی ادبیات این احزاب ما فقط همچین چیزهایی رو میشنویم و جای دیگه نمیشنویم. ولی خب چیزی که برای من جوری بگم جالب بود این صحبت کردن این آقای هجری است. این باور کنید اصلا جوری بگم یعنی در حد یک دهاتی هم صحبت نمیکنه. من نمیدونم چرا حداقل تلاش نکردن که این زبان به قول خودشون قوم چی میگن استعمارگر و تو ادبیات کردی که یا اون زبان محلی خودشون که صحبت میکنن همش میگن استعمارگر ایرانی یا خلاصه با این درگیرکر میگن همه چیزی. کسی که سرزمین اینها رو مثلا به قول معروف برده هنوز نمیتونن با این زبان سلیسی صحبت کنن. الان نمیدونم چند دقیقه صحبت کردن، باور کنید اگه بنویسید تو کام یک دو خط هم نمیشه این صحبت های آقای هجری. اینقدر با استرس و اینقدر با چجوری بگم انگار فرانسوی میخواد حرف بزنه، یه جوری داره صحبت میکنه که نمیدونم من این چی میخواد به مخاطب بگه. ولی خب در کل صحبت هایی که کردن کلا تناقض بود. یعنی همه صحبت هایی که ایشون داشتن انجام میدادن کلا تناقض بود. یکی از این صحبت ها اصلا نمیتونه درست باشه. در حال حاضر از اتحادهای حرف زدن که از این ور میگن ملت ایران متحد شدن، از این ور ایشون خودشون با اون کمیته همکاری احزاب کردی به قول خودشون متحد نیستن هنوز. آقای عبدالله مهتدی رو میبرن چون فکر کنم از طرف حزب و از طرف نمیدونم این ناوندی همکاری، نمیدونم من فارسیش چی میشه یا انگلیسیش چی میشه، مرکز همکاری احزاب اونجا صحبت میکنه و از طرف همه مردم کرد صحبت میکنه و از طرف نمایندگی چی میگن تمام مردم ایران هم ایشون حرف میزنه. ولی خب آقای هجری از این ور اصلا نه دعوت شده نه این با همچین قضیه موافقت کرده. بعد از اون ورم از اتحاد حرف میزنن که این مردم ایران متحد شدن و احیانا به نظر اینها مردم ایران خلاصه شدن توی این احزاب دیگه، این احزابی که من هستن. آقای سعید عذر میخوام از حضور شما و یاران. بسیار کار خوبی میکنید، البته که طبق منوال همیشگی آخذ سخنان طرف رو سعی میکنید نقد بکنید، اما نقد سخنان آقای مصطفی هجری بماند. یعنی اینکه به فرازی که در اون برنامه به عبارت دیگر مهم است اینه که ختم به جمله بالای در تاپیک میشه. کلیت حرفایی رو که میزنه بذارید در کلاپ دیگری بهش میپردازیم. البته جست و گریخته هم به مسائلی که الان مطرح میکنه خواهیم پرداخت، ولی به باور من بذارید آقای مصطفی هجری تمامیت بحث خود را بکند و بعد ما در موردش صحبت میکنیم. اجازه میدید؟ بله آقای هیدری من عذر میخوام، گفتم شاید یک مقدار نه خسته کننده باشه ولی شما خب شما درست میگید. بله نه شما بسیار درست رفتار کردید و بسیار عالی، اما این گونه ما به هیچ کدوم از داستانها نمیرسیم، چون الان ما یکی از یاران زحمت کشیده و
اون چه میدونم مطلبی رو که آقای مقتدی نوشتند رو ترجمه کرده به فارسی. اونم باید بخونیم، یک نوشته بلند بالایی است که ایشون سعی کرده که به زبان موکریانی بنویسه و به همین خاطر جنبه داخلی پیدا بکنن و یکی از یاران زحمت کشیدن و ایشون ترجمه کردن به فارسی. اونم طولانیه، لذا اجازه بدید ما کنه داستان رو بگیریم، بعد به کلیت ماجرای احزاب خواهیم پرداخت. فعلا در این مقطع میخوایم پیرامون همین مسئله صحبت بکنیم. اگه اجازه بدید آقای مصطفی هجری حرفاش رو بزنه و بهش خواهیم پرداخت. بله حتما. آقای دیاکو زحمت پخش رو بکشید شما اگه صدای من رو دارید دیاکو. بله بله حتما. چشم چشم. بفرمایید. دیاکو جان مایکت بسته است، من نمیدونم اینترنت من خرابه یا من صدای شما رو ندارم دیاکو. من خیلی متاسفم چون در یوتیوب پخش میکنم و پازه زدم، به خاطر اون یکم دوباره رکلام اومدش. با رژیم جمهوری اسلامی ماندن نشان بده که رژیم جمهوری هنوز اقتدارش رو داره و در واقع تلافی میکنه این کارهایی را که این برنامه‌ریزی هایی را که احزاب اپوزیسیون کرد ایران انجام دادن و به این جهت این بمباران ها را شروع کرد و همانطور که اشاره کردی تعداد زیادی از پیشمرگان و همچنین زنان و کودکان شهید شدن در این بمباران. همین چند هفته پیش بود که یک انفجار در مهمات سازی در یک مجتمع صنایع دفاع ایران در اصفهان اتفاق افتاد. وزارت اطلاعات مدعی شد که احزاب مخالف که در کردستان عراق هستند برای یک سازمان جاسوسی این عملیات رو انجام دادن. احتمالاً منظورشون شما یا کومله بوده یا احزاب دیگه. آیا حزب دموکرات کردستان ایران هیچ عملیاتی داشته در خاک ایران مستقلاً یا برای یک کشور خارجی، موساد یا آمریکا یا هر کشوری دیگه؟ این هم جزو اتهاماتی که جمهوری اسلامی از آغاز همین اتهامات کلیشه‌ای را تکرار کردند. ما در بیانیه این ادعاها را رد کردیم و من اینجا میخوام تاکید بکنم که حزب دموکرات کردستان ایران و همپیمانان ما در میان اپوزیسیون کرد ایرانی به هیچ وجه ما هیچ عملیاتی و هیچ حرکتی را بنا به خواست هیچ طرفی انجام ندادیم. اون چی که فعالیت هایی که انجام میدیم خواست مردم کرد در کردستان ایران هست و برای آزادی ایران و آزادی کردستان هست. ما فعالیت هامون در حول و حوش خب براندازی رژیم جمهوری اسلامی ایران. من خیلی عذر میخوام. ببینید ظاهراً به همین خاطر بود که یاران تحمل نمی‌کردند و حرفای آقای مصطفی هجری رو کلاً داشتن نقد می‌کردن. این فایل آقای مصطفی هجری یک نقد مبسوط چند ساعته می‌خواهد و رد ادعاهایی که می‌کند. تمامی ادعاهایی که آقای مصطفی هجری می‌کند ریشه در حقیقت ندارد و تمامی سخنانی که میگوید تلاشی است برای جور دیگری جلوه دادن خود، ساختار خود و حزب خود، و این تلاش البته یک تلاش مضمومی است و ره به جایی نمیبرد. به همین خاطر از ادامه پخش این فایل صرف نظر بکنید و اون 2 دقیقه و خورده‌ای رو که مشخصاً به این امر میپردازه پخش بکنید، چون این برنامه به عبارت دیگر یک نقد مبسوط میخواهد و یک پاسخ کوبنده به
ادعاهای آقای هجری میخواهد. آقای هجری تریبون تک نفره گیر آورده و داره پروپاگاندا میکنه که هیچ چیزش ریشه در واقعیت ندارد. نه تاریخ حزب دموکرات این رو میگه، نه سکنات اینها این رو میگه و نه اتفاقاتی که او انقلاب زنانه مینامد این رو میگه. به همین خاطر اون 2 دقیقه رو اگر دارید آقای دیاکو، من سعی کردم که بله بفرمایید اون 2 دقیقه رو پخش کنید. بله ممنونم آقای هیدری. همونطور که شما فرمودید فایل بسیار بلند مدتی هستش، تقریبا 26 دقیقه هستش و صحبتایی که ایشون میفرمایند خیلی قابل ملاحظه و صحبت هستش، یعنی همینطوری سرسری نمیشه ازش گذشت. ممنون بابت ایدهتون، بسیار عالی بود، ممنونم. 2 دقیقه آماده هستش، هر موقع لازم شد شما بفرمایید استوب بزنید. به عنوان حزب دموکرات کردستان ایران و مردم کردستان ایران به هیچ وجه آماده نیستیم با ایشون همکاری بکنیم. با رضا پهلوی. دلیلش برمیگرده به این که ما در آغاز بسیار بر سر کار آمدن رژیم بسیار جمهوری عالی. به واضح شنیدید آقای مصطفی هجری گفت به عنوان حزب دموکرات کردستان ایران و مردم کرد یا ملت کرد. ایشون اول دفعه به عنوان حزب دموکرات و بعد به نام تمامی مردم کرد گفت حاضر به همکاری با رضای پهلوی نیستیم، حالا دلیل ارائه میکنه. این دقیقاً عین همون جمله که آقای عبدالله مقتدی سعی میکرد خود رو پرزنت بکنه و میگفت من خودم رو نه نماینده حزب، در مصاحبه‌ای که در روداو کرده بود به زبان مادریش میگفت اونا از منظر خود من رو دعوت کردن، ولی من از منظر من نه نماینده حزب کومله، بلکه سعی کردم که نماینده مرکز همکاری مردم کرد و نماینده کرد باشم، که ما گفتیم شما خیلی ناصحیح تصمیم گرفته اید که اینطوری خود را جلوه بدهید آقای عبدالله مقتدی. آقای مصطفی هجری هم همین کارو میکنه، عین همون جمله عبدالله مقتدی رو تکرار میکنه و میگه که ما حاضر به همکاری با رضا پهلوی نیستیم، حالا دلیل ارائه میده. بفرمایید. مردم ایران در رفراندومی شرکت کردند که در واقع جمهوری اسلامی را اون موقع فقط دو گزینه را جلوی پای مردم ایران گذاشت، یا رژیم شاهنشاهی یا جمهوری اسلامی. مردم اون زمان رژیم شاهنشاهی را آزمایش کرده بودند، تجربه تلخی ازش داشتند و متحداً این رژیم را برانداختند، ولی رژیم جمهوری اسلامی را نمیشناختند. به همین جهت به جمهوری اسلامی رأی دادند. حتی اون موقع هم ما در این انتخابات، در این رفراندوم شرکت نکردیم، ولی الان ما تجربه هم زمان شاه را داریم هم زمان جمهوری اسلامی را. بنابراین ما مجبور نیستیم فقط این دو گزینه را، از این دو گزینه یکی را انتخاب کنیم. شما چه گزینه رو پیشنهاد میدید؟ ما گزینه را انتخاب کردیم و بارها اعلام کردیم، حکومت دموکراتیک سکولار فدرال، که این حکومت در واقع تقسیم قدرت را بین همه مناطق و همه ملیت‌های ایرانی انجام بده، به نحوی که همه مردم ایران را از آن خودشون بدونند و مشارکت بکنند در اداره ایران، سراسر ایران مطابق قانون اساسی و در اداره کردن مناطق محلی خودشون. اگه شما شخص شاهزاده رضا پهلوی رو قبول ندارید، چرا اساساً از اول باهاش نشستی صحبت کنید؟ در آخرین سخنانی را که ایشان اظهار کردند، مسئله تجزیه طلبی و اینجور بحث‌ها را که بحث‌های کلیشه‌ای و در واقع تو خالی هستن مطرح کرد، یک خطکشی کرد. اشاره است به این سخنان کلیشه‌ای رژیم جمهوری اسلامی و زمان شاه و در واقع به طور غیر مستقیم
خطابش به مردم کرد و سایر ملیت‌های تحت ستم ایران بود. به همین جهت بحث و تبادل نظر با ایشان را سخت و مشکل کرده است. خب بسیار عالی. همین فایل 2 دقیقه‌ای داره به ما میگه که اولا آقای مصطفی هجری گفتن که ایشون یک ایران سکولار دموکراتیک فدرال میخواهند. این یعنی این که فرمایشات آقای عبدالله محتدی را به عنوان همپیمان خود کلن رد کردند، چون آقای عبدالله محتدی گفتند که خواسته های حزبی آنها خواسته های حد اکثری است، یعنی فدرالیسم خواسته حد اکثری است و اونها برای ائتلاف با اپوزیسیون ایرانی به خواسته های حد اقلی اکتفا می کنند. لذا ایستادن بر محور مثلا فدرالیسم کار ناصحیح و تدبیر درستی نیست. اما شما اینجا دیدید به صراحت آقای مصطفی هجری گفتند که ایشان یک ایران فدرال میخواهند و به همین خاطر یک چهره‌ای رو که از خودشون دارن ارائه میدن در پاسخ به آقای ژیار گل که آقای مصطفی هجری شما اگر اینطوری فکر میکردید که شما دو گزینه سلطنت و جمهوری اسلامی را نمیخواهید به تنهایی داشته باشید، چرا با رضای پهلوی مذاکره کردید، نشست داشتید و چرا حالا این کار رو نمی کنید؟ میگه که به خاطر اینکه ایشون در حرفای سخنان آخرشون مسئله تجزیه طلبی و تمامیت ارضی را پیش کشیدن. آقای مصطفی هجری در اینجا ناصادقانه عمل میکنه. سلطنت طلبها رضای پهلوی هیچ وقت مسئله تمامیت ارضی را پنهان نکردند، هیچ وقت، و هیچ وقتم از این مسئله در نگذشتند و همیشه هم نقش محوری سعی کردند بازی بکنند و ایشون در ارائه گزارش ناصادق هستند. این داره یک پیام واضح رو میده. این داره میگه که آقای مصطفی هجری از تکروی‌های آقای عبدالله محتدی بسیار نگرانند و داره ترمز آقای عبدالله محتدی رو میکشه و داره جلو عبدالله محتدی را میگیرد و یک پیام واضح را دارد میفرستد. این کاملا مشخصه از نوع صحبتایی که داره میکنه. حالا قبل از این برنامه ضبط شده به عبارت دیگر که براش تبلیغ کرده بودند، آقای عبدالله محتدی و این سران احزاب کذایی منتسب به کرد برای افکار عمومی هیچ احترامی قائل نیستند و نبودند و هیچ وقت پاسخگو در مقابل سیاست‌های خود، اعمال خود نبودند. یعنی که دم دستی ترین چیزی رو که ما میتونیم مطرح بکنیم اینه که اینها سالها با هم جنگیدند، یک آتش بس اعلام کردند، به صلح هم نرسیده و چیزی حدود 800 نفر تا 1000 نفر از طرفین در کام مرگ فرو رفت در این جنگی که کردند. اما هیچ وقت بابت جنازه ها و صاحبان جنازه‌ای که از همدیگر متنفر شده بودند، اینها برای تنویر اذهان عمومی توجیهگری هم نکردند که چرا کارشون به صلح نرسیده، چرا به آتش بس اکتفا کردند، چرا جنگیدن، چرا آتش بس کردند. ولی آقای محتدی فردی را که احیانا خود را حزب دموکراتی مینامد دستاویز میکند در پاسخ به یک پست فیسبوکی ایشان تا یک مطلب بلند بالا را که خوراک درون محفلی، درون فرقه‌ای و سکتی دارد تبدیل به یک سند تاریخی درونی بکند. اینا فکر میکنن این مسائل رو بایستی به زبان مادری بگویند و نبایستی به زبان فارسی بگویند، در این که جمهوری اسلامی
کلی مأمور و کارمند دارد که به راحتی این متون را ترجمه می کند شکی نیست، اما اپوزیسیون غافل ایرانی این دوستان را نمی شناسد، اختلافات درونی اینها را نمی داند، وزن اینها را نمی داند. به همین خاطر اینها سعی نمی کنند سخنانی را که رو به همدیگر طرح می کنند رو به زبان فارسی بگند، بلکه سعی میکنن که از زبان مادری استفاده بکنن و تلاشی هم در راستای انتشارش به چند زبان نمیکنن. یکی از یاران ما این مسئله رو که آقای عبدالله مهتدی بعد از مصاحبه آقای مصطفی هجری و درس کردن نظرات آقای هجری انجام دادن رو براتون میخونه و روی این هم صحبت میکنیم. این نوشته عبدالله مهتدی یک نوشته دامن دراز طولانی است، اما خب بایستی این داستان رو فهمید. آقای کاوه، من نمیدونم کی میتونه این متن رو بخونه، لطفاً بخونه این متن رو. چشم، حتما آقای حیدری. ایشون با زبان همون یدیش فارسومی در صفحه فیسبوکی خود این متن رو منتشر کرده تقریباً 20 ساعت پیش با عنوان مرکز همکاری را منحل نکنیم قوی ترش کنیم. آقای کاوه عذر میخوام، ایشون به زبان فارسی منتشر نکردن. به زبان یدیش فارسومی بعد عرض کردم آقای بله اونم یدیشه، چه فرقی میکنه؟ بله بفرم. نه فکر کردم میگی فارسی. فارسی یعنی هندیش. مرکز همکاری را منحل نکنیم قوی ترش کنیم. متاسفانه طی چند روز گذشته صداهایی به گوش رسیده و علنا خواستار منحل کردن مرکز همکاری هستند. البته صداهایی اینجا من به کار بردم چون اصولا خودش با این مفاهیم متن رو نوشته. مثلا میتونست از نظر استفاده بکنه، از رأی استفاده بکنه یا هر چیز دیگری. من دقیقاً متن خودش رو ترجمه کردم. متاسفانه طی چند روز گذشته صداهایی به گوش رسیده و علنا خواستار منحل کردن مرکز همکاری هستند. بدون پرده‌پوشی استدلال می‌کنند که حزب دموکرات به عنوان حزب اصلی کردستان که اکثریت مطلق مردم باهاشه از این مرکز منتفع نشده، لذا میبایست حساب خود را از این مرکز و کومله جدا بکند. خوشبختانه صداهایی که خواستار منحل کردن مرکز همکاری است و شایعه جدایی کومله و دموکرات را زمزمه می‌کنند زیاد نیستند و اکثریتی بزرگ از اعضای تمامی احزاب بر حیاتی بودن نقش مرکز همکاری در حفظ اتحاد و امید بخشیدن به انقلابمان در داخل و عامل حفظ جایگاه کرد در ایران و جهان می‌دانند. اما این صداها برای کرد و آینده ما خطرناک است که نباید در مقابلش سکوت اختیار کنیم. مشخصاً این صداها نه در تجمعات و جلسات پشت پرده بلکه در فضای مجازی شنیده و پخش می‌شوند نگران کننده است. به جز این نامه‌ای سرگشاده از آقای ابراهیم جهانگیری و بحث‌ها و سوالاتی که ایشان خطاب به من مطرح کرده‌اند جوابی واضح می‌طلبد، علالخصوص که من حق سؤال و نقد را حق مردم می‌دانم و جواب دادن و خیلی توضیح عذر دادن میخوام، را. من خیلی عذر میخوام آقای عبدالله مهتدی. شما و تاریخ سیاسی شما ثابت کرده که شما هیچ وقعی به افکار عمومی نمیگذارید، حتی به صاحبان و ولیان دمی که توسط شما به قهقرای مرگ فرستاده شدن. شما هیچ وقت از هیچ تریبونی پاسخگو نبودی در مقابل هیچ کسی. اما آقای عبدالله مهتدی، چه شده که یک آقایی به نام جهانگیری که یک پست بلند بالای فیسبوکی را در مدح شما و در
توجیه شما نوشته اند و در آخر هم از شما التماس کرده اند که مرکز همکاری را برهم نزنند و نگذارید که برهم بزنند. ایشون ظاهرا عضو حزب دموکراتند. چرا این رو به حزب دموکرات هم ننوشتند؟ چرا رو به احزاب تشکیل دهنده مرکز همکاری ننوشتند؟ چرا رو به شما نوشتند؟ تا شما این رو دستاویز بکنی و بخواهی در مقام پاسخگویی مسائلی را طرح بکنی و بابت تکتازی‌های خود و خودنمایی‌هایی که کرده ای توجیهات بسازی. ببینید الان فرمایشاتی که ایشون داره میکنه کلا نقد میخواد، ادعای انقلاب مانو نمیدونم از این حرفایی که داره میکنه اینها بماند. من میخوام شما پی ببرید که داره چه تهدیدی رو عبدالله محتدی از سر میخواد باز بکنه. خب عبدالله محتدی داره مرکز همکاری و حزب دموکرات و کردبازها و مفهوم کرد رو کلن خرج میکنه پشت سر نام خود و هیکل سیاسی خود. داره همه این کارها رو میکنه. میخواد بگه که فرد شماره یک کردباز بازنماینده کننده کرد من هستم. عبدالله محتدی میخواد اینو بگه. ولی حالا برای اینکه این رو در چنته داشته باشه باید توجیه بکنه پشت سر کردخواهی، منفعت ملی و سیاسی بودن و اتحاد و همبستگی در این شرایط حساس میخواد پشت اینا رو فرمولیزه بکنه. خب گوش میدیم حرفای آقای عبدالله محتدی رو که به زبان مکری نوشته یا به زبان سورانی ساخته نوشته و دلش نخواسته که به فارسی بنویسه. حالا ادامه میدیم. بله. به جز این نامه‌ای سرگشاده از آقای ابراهیم جهانگیری و بحث‌ها و سؤالاتی که ایشان خطاب به من مطرح کردند جوابی واضح می‌طلبد، علی الخصوص که من حق سؤال و نقد را حق مردم می‌دانم و جواب دادن و توضیح دادن را وظیفه یک سیاستمدار. همچنین به عنوان کسی که در این مدت مورد خطاب قرار گرفته‌ام باید آماده توضیح باشم. اینم عارضم که اگر این فضا درست نمیشد منم ناچار نبودم به بعضی از فاکت‌ها اشاره بکنم آنچنان که تا این لحظه اشاره نکردم. منظور من در بخش نخست این نوشته دفاع از مرکز همکاری و هشدار دادن به خودمان است که اگر کمله و دموکرات از هم من دور شوند. عذر میخوام آقای سامان بی عکس بی هویت. آقای سامان در توضیحاتی که امشب من خواهم داد به شما ثابت خواهم کرد که اون کسی که هر میدانی رو ورود درش میکنه، هر حریفی رو باش روبرو میشه ما هستیم. شما هم دلت میخواد بیاد تو استیج، آنچه را که فکر میکنی نقد ارائه بده، آنچه را که فکر میکنی که بلدی و احیانا میخواهی دهان ما را بدوزی تشریف بیار روی این استیج و استدلال بکن و ازش استفاده بکن. اوکی؟ این حرفای صدمنی غاز کوچه بازاری ته اتوبوس و تو تاکسی برای شما تبدیل به هیچ چیز نخواهد شد. همون افکار عمومی که عبدالله محتدی میخواد بهش پاسخ بده، همون مرکز همکاری که شما دارید ازش استفاده میکنید، تمام حرفاشون این بود که یک راهپیمایی مسالمت آمیز با تعطیلی مغازه ها داشته باشن. کار ما هم به تعین رساندن مردم بود و نشان دادن قدرت انقلابی به دولت ایرانی با فتح مؤسسات. آن چیزی که این اعتراضات و قرقمیش های خیابانی رو جمع کرد، واقعی شدن اعتراضات نمایشی با گذار از ساختارهای جمهوری اسلامی بود. یعنی اشنویه، مهاباد، کامیران، سرندج و جوانرود. متوجه شدی علی رغم توصیه های عبدالله محتدی و مصطفی هجری و خطاب کردن مردم به عنوان نشان ندادن رفتارهای غیر متمدنانه وحشیانه که سخنانشون موجوده، مردم
در مسیر سرنگونی مؤسسات دولت ایرانی قرار گرفتن و دولت ایرانی هم این اعتراضات نمایشی رو متوقف کرد. اوکی آقای سامان، با عبدالله مهتدی تو 2000 نفر وزنی که نداره. آقای مجتبی واحدی گفت اگر اینا خیلی فکر میکنن وزن دارن، این گوی این میدان، تشریف بیارن یه وزن کشی کنن. متوجه شدی آقای سامان؟ آقای سامان بی هویت، معلوم نیست کی هستی، ولی باز علیرغم اینکه معلوم نیست کی هستی، قول چراغ جادویی، انیشتینی، چه میدونم کالشمیتی، تشریف بیار رو استیج، میتونی با یاران ما دست و پنجه نرم کنی. بفرمایید آقای این هم به خاطر اینکه ایشون بدونه که ما به افکار عمومی پاسخ میدیم. بفرما آقای کاغ. منظور من در بخش نخست این نوشته دفاع از مرکز همکاری و هشدار دادن به خودمان است که اگر کومله و دموکرات از هم دور شوند امری فاجعه بار خواهد بود و نه تنها دو حزب بلکه همه کرد و جریانمان ضررمند خواهد شد. البته جریان با کلمه بزاوت نوشته بودند، منظورش نمیدونم این جریان انقلابی یا حالا انقلاب ژینا منظورشه یا هر چیز. میخواهم تأکید بکنم که بدون مرکز همکاری و تلاش‌های با ارزش این مرکز نه انقلاب زن زندگی آزادی موجود بود و نه کرد هم آن جایگاه را داشت و نه واکنش‌های مثبت جهانی را به خود میدید. همش از سایه مرکز همکاری است. در بخش دیگر بحثم به نشست جورج تاون و خیلی کوتاه به رابطه کرد و اپوزیسیون ایرانی خواهم پرداخت. حزب دموکرات حزبی قدیمی و دارای نفوذ و قابل احترام است، اما کردستان به نام هیچ حزب، گروه یا شخصی سند نخورده است، همانطور که مرکز همکاری به نام هیچ کدام از ما، کومله یا دموکرات سند نخورده است. ما هم نمیتوانیم گروه‌های دیگر خارج از مرکز را نادیده بگیریم. هر حزبی هم حق دارد داخل یا خارج از مرکز خود را حزب خیلی بزرگ بخواند یا برای تبدیل شدن به یک حزب خیلی بزرگ تلاش بکند. همیشه در سیاست رقابت موجود است. مهم بودن مرکز خارج از هر چیزی در این است که این رقابت را مدیریت و محدود کند. اجازه نمی‌دهد به دور شدن بیانجامد و در چارچوب آشتی و اتحاد بین احزاب حرکت می‌کند. مرکز همکاری منافع مشترک را هنگام تهدید خارجی بولد و لحاظ می‌کند، مثل حال حاضر کردستان. منافع وطنی، البته نیشتمانی نوشته بود، نیشتمانی خواستم به جاش سرزمین بذارم ولی نمیشد. سرزمین به معنای تریتوری خیلی نزدیکتره، ولی خب وطنی گذاشتم به جای نیشتمانی. حالا نیشتمانی جای نشستن میشود ترجمه تحت لفظیش. منافع وطنی و ملی را به منافع حزبی و شخصی ترجیح می‌دهد. مرکز همکاری در سال 2017 تشکیل شد. هرچند خودم هم از کار و فعالیتش راضی نیستم و فکر می‌کنم می‌توانست فعالتر باشد و کارهای بزرگتری بکند، اما با وجود همین هم مرکز دستاورد بزرگ سالهای گذشته و مؤثرترین اسلحه دست ما برای دفاع از اتحادمان در برابر هر بسیار خطری که عالی، بسیار عالی. ببینید بذارید من توضیح بدم تا این سخنان آقای مصطفی هجری و این توضیحات آقای عبدالله مهتدی قابل درکتر و ملموستر بشه. ببینید اولا دعوایی که صورت گرفته بسیار دعوای واقعیه. اینجا بهش میگن تضاد منافع. اینجا اون صورت دروغی کذایی دروغگویانه چاپلوسانه این احزاب در تمامی زمینه‌هایی که بهشون دستور داده میشد رو میشه وقتی که منافع جدی پاش رو وسط میکشه. ببینید آقای عبدالله مهتدی با در دست گرفتن تریبون های مختلف فارسی و
دادن تریبون به عبدالله مهتدی در این اپوزیسیون کذایی جمهوری اسلامی جای رشک و حسد آقای مصطفی هجری و اعضای حزب دموکرات را گرفته است، به خاطر اینکه داره تنها تصویری را که از نمایندگی به نام احزاب منتسب به کرد ارائه میده و فرد شماره 1 کردستان نشان میده به نام رجل سیاسی عبدالله مهتدیه. اینجا دست عبدالله مهتدی رو آقای مصطفی هجری و حزب دموکرات خوانده. آقای عبدالله مهتدی که تا دیروز هر جا میرفت میخواست خودش رو به عنوان کرد و مفهوم کرد و مرکز همکاری و اهن و طلوپ و انقلاب برساخته مرگ ژینا تمام اینها رو تو جیب خودش بکنه و تبدیل بکنه به یک کردیت برای خودش و یه جایی یه چهره‌ای داشته باشه برای شناخته شدن خود در میان آحاد مردم این سرزمین. حالا آقای مصطفی هجری و حزب دموکرات داره ترمز عبدالله مهتدی رو میکشه و داره بهش میگه که تو نمیتونی. ببینید من اون بار هم در نقد سخنان عبدالله مهتدی گفتم هیچ کدام از اعضای مهتدی نبایستی از مهتدی قبول بکنن بگه که من نماینده حزبم نیستم. اگه تو نماینده حزبت نیستی و قرار نیست اگر سهم سیاسی به دست میاری با ما تقسیم بکنی، تو غلط میکنی که داری از ما سوء استفاده میکنی تا خود رو فربه بکنی، تا خود رو بزرگ بکنی، تا منیت و اگوی تو بزرگ بشه. نه چه کاریه؟ تو چرا میگی که من نماینده نیستم؟ تو چه کاری؟ تا اگه نماینده کمول نیستی تو رو به چه عنوانی صدا زدن؟ تو رو چرا شرکت میدن در اونجا؟ ما اینجا چه کاره ایم؟ حالا حزب دموکرات این رو قبول نمیکنه و حزب دموکرات از عبدالله مهتدی نمیپذیره که عبدالله مهتدی یک شبه تمامی این داستانها رو همگی نقد کنه و در جیب خود بذاره و سعی کنه از اهرم مردم و مسائلی به اسم همبستگی و کرد و انقلاب مان و برهه حساس تاریخی اینها بخاطر سر اینها گول بماله. مشخصا آب پاکی رو ریخت رو دست عبدالله مهتدی، گفت ما با رضا پهلوی هیچ همکاری نمی کنیم، نه به عنوان حزب دموکرات و به عنوان مردم کرد. حالا کاری که داره میکنه اینه، آقای مهتدی وزنی که داره میشکنه در بین این اپوزیسیون پیزوری ایرانی ضعیفتر از همیشه حضور پیدا خواهد کرد. امیدوارم که متوجه شده باشید. خب ادامه بده. بله. مرکز همکاری در سال 2017 تشکیل شد و هرچند خودم هم از کار و فعالیتش راضی نیستم و فکر می‌کنم می‌توانست فعالتر باشد و کارهای بزرگتری بکند. اما با وجود همین هم مرکز دستاورد بزرگ سالهای گذشته و مؤثرترین اسلحه دست ماست. ما برای دفاع از اتحادمان در برابر هر خطری که با آن روبرو ببخشید من اشتباه خوندم. اما با وجود همین هم آقای کاوه اجازه بدید، این آقای سامان اومده در استیج، اجازه بدید تکلیفمون رو با این روشن کنیم بعد ادامه مطلب، چون این بالاخره یه جایی پارازیت میخواد بندازه. بذارید ببینیم این آقای سامان حرف حسابش چیه. آقای مدیریتور اداره بکنید لطفاً این بحث رو. بله ممنون جناب حیدری. بله آقای سامان بفرمایید، شما میتونید مایکتون رو باز کنید. سوال یا پرسشی یا نقدی دارید حرفاتون رو میتونید بزنید مطرح کنید، بفرمایید. سلام، ببخشید من اینترنتم یکم ضعیفه، صدا میاد؟ بله صداتون خوبه، بفرمایید. ببخشید من آقا پیمان، اولا شما گفتی نمیدونم بی‌هویت و نمیدونم یه سری چیزایی گفتی، اولا در شخصیت شما نیست اینو بگی. نه ببینید آقا شما بی‌هویتی، نه من به عکس دعوت داری، یکی از اجازه بده. اجازه نه آقای خب سامان اون من میکروفونتو ببند. ببند شما از اون میکروفونتو ببند. تو نه عکس داری نه اسم و فامیلی درست حسابی. ببینید شما در جمهوری اسلامی هستی که زهرا اسمش چیه؟ زهرا محمدی؟ کی اسمش آقای این فامیلیش؟ بله زهرا محمدی. زهرا محمدی میگه که من از زندان اخراجم کردن.
رو موضع خودش هم ایستاده. من نمیدونم شما از چی میترسید هویت واقعی خودتون رو نمیکنید؟ از چی نه میترسید؟ شما جواب منو شما بدین، کی اصلا هستی؟ ربطی حالا بهش، خودتو من معرفی اصلا کن. من تا خودم بدونم هویت داری، کی هستی؟ از کجا داری صحبت میکنی؟ من بدونم با کی دارم حرف من میزنم. از طرف یکی از دوستان نزدیک شما دعوت شدم آقا دوستان نزدیک که من بر حرفای شما رو شما کی هستی؟ خب میگم از طرف یکی از دوستان صمیمی شما آقا من دعوت شدم دوست که مثلا صمیمی شما ندارم یه رفیق شخصیت من. من دوست یه صمیمی شخصیت خیلی ندارم. بزرگ واسه ایشون هستین، الان تو جمع شما هم هست، در حرفای منم گوش میده آقای میشنوه. سامان، عذر میخوام آقای سامان، اینکه یکی از مدراتورها شما رو اینوایت کرده رو چیز بر اساس حرفای جناب حیدری بود که گفتن تشریف بیارید بالا، نه اینکه طرف خب پسر خالته. ولی جناب حیدری نه منظورشون اصلا شما نه کی اینوایت نه هستین؟ شما نشد اصلا آقای یعقوب، شما خودتون اینوایت نشد، اصلا خودشون اولا شما به همراهی هیچ کردن. کی اطمینان ندارید، من دوم منم به شما اطمینان ندارم. خب آقا اطمینان چه شما هر نداری؟ تو کی هستی؟ گاریبالدی هستی؟ آخه بابی سانتی؟ تو کی هر هستی از خودت کیو هر کی میترسی؟ هر حرفی میزنه، عذاب کرد باشه، عذاب ترک آقا باشه، بلوچ باشه، تو کی نمیدونم از هستی؟ هر حرفی میزنه شما جمهوری اونو نقد اسلامی. میکنید، میگین جمهوری. اون از جمهوری اسلامی، اون آقا از به سپاه تو شما پاسداران، از در هر کی. نرو. آقا شما میکروفون اینو شما ببند. خودتون این میکروفون اینو ببند. آقای تو چرا سامان جرأت اجازه بدید. نمیکنی بگی کی هستی تو؟ کی هستی تو؟ ببین فعالین جامعه مدنی جوانرود مستقیما با علی خامنه ای با عتاب صحبت میکنن. تو چه جرأت نمیکنی بگی که تو کی هستی؟ مولوی عبدالحمید نماینده ولی فقیه تشر میزنه به خامنه ای در روز جمعه. تو چرا جرأت نمیکنی خودتو معرفی کنی؟ تو کی هستی؟ کی هستی؟ پسر کی هستی؟ اهل کدام شهری؟ تا بهت بگم هویت داری یا نداری. چه در میری؟ شما هر موقع تونستی احترام بگذاری میکروفون هر یه نفری، اون آقا موقع این میتونی. این یهودی رو بندازید پایین. آقا آقای این یهودی رو بندازید پایین. آقای سامان، اوکی مرسی آقا جان. این یهودی رو بندازید پایین. این مظلوم نمایی و یهودی بازی و شیعه بازی. طرف اومده جرأت نداره خودشو معرفی بکنه، بعد نمیگه کیه، از خودشم میترسه. زهرا محمدی از خودش نمیترسه، میگه از زندان اخراجم کردن. نوریزاد میگه من از این زندان نمیرم بیرون. این میترسه بگیرنش. عجیبه. مولوی عبدالحمید از گرفتن نمیترسه، نماینده ولی فقیه تشر میزنه به خامنه ای. این مرتی که معلوم نیست کیه، خودشو معرفی نمیکنه. عجب. بله متاسفانه ایشون اومدن رو استیج که بخوان نقد بکنن به ما، ولی بحث رو به حاشیه بردن سر اینکه اکانتشون هویت نداره یا داره. آقای مهرگانم تشریف جانم، آوردن، اگه درود بر کامیک شما. بیایید من یک بفرمایید، ثانیه بعدم فقط یه برید چیزی سر میگم میرم بحثتون. پایین. ایشون تقاضای دریافت احترام کرد دیگه. استیج داره ضبط میشه. ایشون وقتی خودش به 78 نفر که در این استیج هستن احترام نمیگذاره و نه نام فامیل داره، نه نام کوچک داره، نه هویت داره و میخواد این افراد این استیج بهش احترام بذارن، نخستین کسی که با ناسزاگویی ترین و بالاترین ناسزاهایی که هستش، پوزش از بانوان، پاسخ این آقا رو میده خودم هستم. درود بر شما. این بی احترام، بی شرف، بی هویت. حتی اگر آقای عزیزم، مهرگان، حتی حالا حل شد، اگر متشکرم. شما همیشه آقای دیاکو میای تو مای که من یا اجازه نمیدی بیام بالا. خواهش میکنم، مدیر اتاق به من اجازه داده، میدونم شما هم مدیری، ولی شما رسمت همیشه این بوده. از دستم خیلی ناراحتم. این آقا این آقا بی هویته و اومدی تو مایک من ریدی بهم. خداحافظ آقا، من میرم پایین. نه آقای مهرگان نگران نشید، اجازه بدید شما هم نگران نشید. الان مشخص شد اون ادمینی که ایشون رو بهش گفته بیا آقای دیاکو اینو میشناسه. من نخیر، من عذرخواهی میکنم آقای حیدری، من خب این ایشون رو رفتار دعوت شما نکردم، درست نمیدونم نبود. شد. خب نباید میذاشتید که مهرگان حرفاشو نزنه. نه رفتارتون غلط آقای بود و شما جناب حیدری، من فکر کردم منظور این آقای سامان اینه که کسی از مدراتورها ایشون رو دعوت نه کردن، خیر ولی ظاهرا. من دیدم که ایشون نه هندرایز نه نه نه، کردن. اجازه بدید آقای علی جناب. ایشون ظاهرا یکی از یاران ما، کسی که جدیداً با ما آشنا شده، از ما پیش اون تعریف کرده و گفته بیا حرفاشون نو بشنو.
ایشون هم اومدن و هنوز نرسیده، سوالاتشون شروع شده ظاهرا. داستان اینه. ببینید سوالاتشون شروع نشده، این سوال نیست. شما گزاره هایی که مطرح میکنی نه منطقیه نه عقلیه. گزارش هم اینه که شما از همه انتقاد میکنی. خب میکنیم، کار بدی مگه میکنیم؟ هر کسی در حوزه عمومی داره کار میکنه، هر شخص حقیقی و حقوقی که داره کار میکنه ما مورد انتقاد قرار میدیم. کار یک نقاد اینه دیگه. این چه ایرادی داره؟ این از یک اخلاقیات یهودی هندی عارفانه میاد. توجه میفرمایید. طرف نمیدونه میخواد چه استدلالی بکنه، خب نقد میکنیم. تخریب میکنه، خب بله میکنم، تخریبم میکنم. وقتی میتونم تو رو نابودت کنم چرا نکنم؟ برای چی نباید نابودت کنم؟ وقتی من دارم ثابت میکنم تو دشمنی، خائنی، مضری، ضرر داری، چرا نباید نابودت بکنم؟ وقتی توانش رو دارم نابودت کنم چرا نباید نابودت کنم؟ طرف پای استدلالش میلنگه، چیزی برای گفتن نداره. خب نمیدونه که محیای این میدان هم نیست، اینا رو نمیدونه. او شهروند جهان معاصر نیست. به همین خاطر اینا خودشون رو محدود میکنن. ببینیم ما در پاسخی که امروز خواهیم داد یا وجهی رو که بررسی میکنیم میگیم اینا کیان، میگیم اینا چرا دوست دارن محفل داشته باشن، چرا دوست دارن فرقه‌ای باشن، چرا دایره خودشون رو تنگتر میکنن، چرا از گستردگی میترسن، چرا این کارو میکنن، چرا میترسن. ما به این بر میگردیم. اجازه بدید حرفای محتدی تموم شد. بفرمایید حرفای محتدی رو، آقای محتدی رو بخونید. بله، البته بک چنل آقای مجید به من گفتن که من ایشونو میشناسم. ظاهرا آقای مجید سیدی اینو دعوت کردن. مرکز همکاری در سال 2017 تشکیل شد. هرچند خودم هم از کار و فعالیتش راضی نیستم و فکر میکنم میتوانست فعالتر باشد و کارهای بزرگتری بکند. اما با وجود همین هم مرکز دستاوردهای بزرگ سالهای گذشته و مؤثرترین اسلحه دست ماست برای دفاع از اتحادمان معذرت میخوام. برای دفاع از اتحادمان در برابر هر خطری که با آن روبرو میشویم. نه تنها وضعیت خیلی حساس سیاسی ایران و کردستان مستلزم اتحاد قوی‌تری است، نه تنها مردم ما با تمام وجود خواهان اتحاد ما هستند، نه تنها مصلحت ما در این است که در برابر اپوزیسیون ایرانی متحد بمانیم، نه تنها منفعت ما مثل کرد در این است که در برابر جامعه جهانی یک رنگ و یک صدا ظاهر بشیم، بلکه تهدید و خطراتی که رژیم ایران در اقلیم متوجه ما می کند بیشتر از همیشه مستلزم اتحاد ما خواهد بود. اجازه دهید واضح بگویم تهدیدهایی که از طرف ایران در اقلیم متوجه ماست خیلی جدی است و طی 30 سال گذشته بی سابقه بوده است. تهران عالیه، با بغداد عالیه. چرا طی 30 سال گذشته شما هیچ تهدیدی نشدید از طرف جمهوری اسلامی؟ آقای عبدالله محتدی، حالا باید بهت فشار بیاد بگی که الان داره تهدیدها جدی میشه. تا حالا همچین فشاری بهمون نیومده. نکنید مرکز همکاری را به هم نزنید. خب این خوراک داخلی داره. حالا سوال بزرگ اینه عبدالله محتدی، چرا 30 سال گذشته جمهوری اسلامی به شما هیچ فشاری نیاورده؟ اینو دیگه داره خودت میگی. اینا رو من نمیگم، من تحلیل من نمیگم که شما اینا رو من میگم که میگم شما مستقیما از دولت ایران حقوق میگیرید و کارمندید. اما حالا خودت میگی طی 30 سال گذشته هیچ فشاری به ما نیاوردن. چرا شما گروه‌های مسلح بودید، از جمهوری اسلامی کشتید؟ جمهوری اسلامی مجاهدین خلق رو تحمل نکرد در بغداد تا به تبعید آلبانی فرستاد. چرا شما رو تحمل کرد؟ خب اینا رو داره واضح میگه. حالا باید طرفداران این احزاب بیان پاسخ بدن به این سخنانی که اینها هر از گاهی درز میدن. ادامه بده. بله. اجازه دهید واضح بگویم تهدیدهایی که از طرف ایران در اقلیم متوجه ماست خیلی جدی است و طی 30 سال گذشته بی سابقه بوده است. تهران با بغداد بسیار عالی، توافق کرد.
بسیار عالی. این نشون میده که تمام نمایش‌های قبلی که انجام میدادن خودشون و اعضاشون هم میدونستن نمایش‌های کذایی و مضحکیه و هیچ چیز جدی درش نیست و نمایشه، ولی داره این بار میگه که ببینید باور کنید این بار جدیه ها، مثل قبلی ها نیست ها، مثل راسان و تیم میفرستیم و ما رو بگیرید و اعداممون نکنید اینها نیست ها. این نمایش نیست ها، این دفعه جدیه. درست آقا؟ این معنی رو نمیده به نظر شما؟ بله کاملا درست. درسته جناب ایده‌ای، دقیقا به این معنا هم هست که شما ظرف 30 سال گذشته تا الان اگه شما رو نگه داشتن به خاطر همین بوده. خب بارها جناب ایده‌ای در دیبیت های مختلف گفتن ضرورت این که شما رو تا الان نگه داشتن، یا از همون اتفاقی که سپاه پاسداران گفت که اینا دیگه اجازه ندارن در کمپ هاشون بمونن، این ثابت میکرد که خب تهدیدها جدی چیه؟ یعنی میخواد بکشتشون؟ چرا عبدالله مقتدی رو هیچ وقت نرو بودن؟ امروز حکم مرگ کی رو دادن؟ حکم اعدام کی رو دادن؟ جمشید کی؟ یاران کی خوند؟ اون سخنگوی گروه تندر اسمش کی بود؟ جمشید. من خوندم اسمش رو یادم رفت جناب ایده، بی بی اوکی. سی هم گذاشته بود اسم. بله. دوستان سوال بنویسن اینه در بچنل. سوال اینه که وزارت اطلاعات اعلام میکنه که این جمشید رو در تاجیکستان رو بوده، بعد خانواده‌اش میگن اینو در دبی رو بودن، بردن عمان. بی بی سی نوشته. سوال اینه که شارمهد عبدالله مقتدی بله شادمهر نمیدونم هر کی. شارمهد بله نمیدونم. اوکی. سوال اینه که عبدالله مقتدی و مصطفی هجری رو چرا نرو بودن؟ در کردستان عراق در سلیمانیه به راحتی میشه این آقا رو بربایید، مثل آب خوردن. چرا تا حالا مورد ربایش واقع نشد آقای عبدالله مقتدی رهبر کومله که جمهوری اسلامی میگه کومله ها آدم سر برن؟ این سوال نیست برای شما واقعا؟ درست آقای بله حیدری، در حالی که قرارگاه رمضان یک کوچه فاصله داره با مقر کومله در رزگاری سلیمانیه، یک کوچه فاصله داره. بسیار عالی. خب ما اینو بشنیم پردازیم ادامه بدید، ولی ایشون فکت آورده میگه که این تهدیدها جدیه. طی 30 سال گذشته اینقدر ما رو تهدید نکردن. اونم تهدید چیه؟ کردستان عراق رو تخلیه کنید. راست میگه اینا اگه اردوگاه نداشته باشن مثلا کومله میشه چی؟ عبدالله مقتدی بیاد اروپا بشینه و اردوگاه نداشته باشه و 4 تا نیرو مسلح پسیو اونجا نداشته باشه، میخواد بگه چیه؟ عمق اجتماعی داره که نداره، متن انقلابی داره که نداره، هیچ نداره. دموکرات هم همینطور. رضا اینها ظرف 2 روز در اروپا از بین میرن. خب ادامه بده. بله حتما. اجازه دهید واضح بگویم تهدیدهایی که از طرف ایران در اقلیم متوجه ماست خیلی جدی است و طی 30 سال گذشته بی سابقه بوده است. تهران با بغداد توافق کردند و اقلیم کردستان را زیر فشار قرار دادند. جای سؤال دارد آیا مسئولانه است با وجود همچین وضعیتی احساسات را جریحه‌دار کنیم و بر طبل تفرقه کومله و دموکرات بزنیم؟ آیا درست است که در این وضعیت ضد مرکز همکاری بایستیم و خواستار منحل کردن مرکز باشیم؟ آیا همچین حرکتی همه ما را در برابر رژیم ضعیف نشان نمی‌دهد و دودش هم به خودمان بر نمی‌گردد؟ بیگمان برهم زدن اتحادی که مرکز باعث آن شده، به ناامیدی و دلسردی توده‌های داخل که نیروی محرک این انقلاب بودند می‌انجامد و علیرغم ضرر و زیانهای دیگر میدان را برای کار حزبی محدودتر می‌کند. هر کس چه اعضای کمله باشد یا دموکرات اگر فکر می‌کند که در نبود مرکز می‌تواند کار حزبی خود را بهتر انجام دهد و به بزرگتر شدن و پویایی حزب خود کمک می‌کند سخت در اشتباه است. ما نمی‌توانیم از کاوه طرفی آقای کاوه بله آقای عذر میخوام آقای محتدی همین الان
در ابتدای حرفاشون گفتن که هر حزب یا جریان دیگری در خارج از این چارچوب این مرکز همکاری میتونن ادعای بزرگتر بودن بکنن و میتونن بزرگترم باشن. الان میگه نه اینطور نیست، هر حزبی فکر میکنه خارج از چارچوب مرکز میتونه ادعا رو بکنه یا آقای بزرگ حکیمی باشه. عذر میخوام، نه مشخصا گفتن اعضای کمالا و دموکرات. شما تحلیلتون اشتباه بود اینجا، ببخشید خوب متوجه نشدید. ایشون داره با کسانی که عضو این مرکزن حرف میزنه، یعنی با احزاب و اعضای احزابی که در این مرکز با هم همکارند. بله ببخشید. بله خواهش میکنم. ما نمیتوانیم از طرفی با در پیش گرفتن سیاستی مخرب توده و جریانمان را ناامید بکنیم، دلتنگشان کنیم، روحیه‌شان را تضعیف و آزرده خاطرشان کنیم و همزمان از توده انتظار داشته باشیم که دسته دسته به ما ملحق شوند و آغوش گرمشان را برای حزب ما باز کنند. همچین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. خب من خیلی عذر میخوام، احزاب شما برای اینکه آغوش گرم براشون باز بکنن بایستی دارای متن باشن، بایستی دارای ایده انقلابی باشن تا بتونن به مردم الهام بدن و مردم فوج فوج به خیل شما بپیوندن. شما فاقد این هستید. در مرکز همکاری هم باشی، در مرکز همکاری هم نباشی، هیچ اتفاقی نمیفته و این اتفاق درست نیست که شما دارید میگید. مرکز همکاری هم هیچی نیست الا مالکشی و یک نمایش کذایی از اتوریته حزب بازی که شما همه رو یک کاسه کردی در جیب خودت. خب اون هم برای یک ویدیوی 2.5 دقیقه‌ای که بهت اجازه دادن بفرستی. تو گفتی که خودت نرفتی، اما شما در همین نامه اذعان میکنی که چندین بار در مراکز تینک تانک هیچی نیستن، مراکز تینک تانک هیچی نیستن در این کشورها و هیچ تأثیری بر سیاست های دولت ها ندارن. شما رفتی در آمریکا و به خاطر این که خودت رو نمایش بدی و بگی کاری کردی شرکت کردی. اون نمایش جورج تاون هم که نشان دادن فقط جای 5 نفر میشد اونجا بشینه، جای شما نمیشد. جایی که سکویی که در نظر گرفته بودن بسیار فضای محدودی داشت و شما نمیتونستی نفر شیشم باشی اگر هم میخواستی بری و الان همینجا اذعان میکنی که فقط 2.5 دقیقه به شما وقت دادن که حرف بزنی. خب ادامه میدیم آقای، اجازه بدید. بله. همچین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. منحل کردن مرکز علیرغم ضرر بزرگی که بر جامعه و سیاست کردی میزند، ضربه‌ای مهلک نیز بر من پیکر خیلی عذر احزاب دیگر میزند. من خیلی عذر میخوام. سیاست کردی یه چیزیه مثل سقز کردی، یه چیزیه مثل پنیر کردی، یه چیزیه مثل گیوه کردی، یه چیزیه مثل لچک کردی. سیاستش هم داریم کردیه. بعض اطلاع کسانی که نمیدونستن سیاست کردی نداریم، مثل دوغ محلی کردی، روغن حیوانی کردی، سیاست کردی هم داریم. هر شخص کردی حرف سیاسی بزنه میشه سیاست کردی. بله ادامه بدید. بله. منحل کردن مرکز علیرغم ضرر بزرگی که بر جامعه و سیاست کردی میزند، ضربه‌ای مهلک نیز بر پیکر احزاب دیگر میزند که سالهاست با این درد، یعنی عدم اتحاد مینالند. این سخنان رو به افرادی است که از روی عاطفه یا تعصب حزبی به ضدیت مرکز همکاری میپردازند. میخواهم روشن کنم که عملکرد خب کاری مشترک سوال اینه که چرا اینها از روی تعصب حزبی اه، اه، ضدیت میکنن با مرکز همکاری؟ به خاطر اینکه تو مرکز همکاری رو کردی کردیت ریختی تو جیب خودت، داری خرج میکنی و گفتی خواستهای حد اقلی داری. درسته آقا؟ اینجا
شما بایستی حق بدی به اعضای حزب دموکرات که همچین برخوردی با تو کردن. اینجا تضاد واقعی منافع و اینجا اجازه نمیدن تو سر و گردنت رو بالا بگیری و بخوای اینا رو خرج کنی. نه، چرا حزب دموکراتی نبایستی بره اون جایگاه و اونجا قرار بگیره؟ چرا تو داری میری و خرج میکنی؟ این تضاد جدیه و این کاملا درسته. اینجاست شما وقتی منافع جدی پیش میاد، اینها به جان هم میافتن. طبیعتا عبدالله مقتدی نمیتونه مرکز همکاری درست کنه، خرج کنه برای نشون دادن کراوات خودش. بله. بله. این سخنان رو به افرادی است که از روی عاطفه یا تعصب حزبی به ضدیت مرکز همکاری می‌پردازند. می‌خواهم روشن کنم که عملکرد کاری مشترک در مرکز همکاری به نفع همه، به نفع کومله و حزب دموکرات و حتی احزاب خارج از مرکز بوده است و مرکز فضا را برای کار حزبی همه احزاب فراهم کرده و فرصتی بهتر را برای کار تبلیغی و سازماندهی همه فراهم کرده است. من خیلی عذر پس میخوام، با یعنی چه این؟ ببخشید، این حرفایی که میزنه یعنی چه؟ فرصت را برای کار تبلیغی و سازماندهی چیکار میکنه؟ مرکز همکاری الان بودجه داره؟ الان یه تریبون بسیار بزرگ در دستشه، یک تلویزیون حرفه‌ای 24 ساعته با بیننده های بسیار زیاد. چرا حرف الکی میزنی آقای مقتدی؟ حداقل اگر این رو به یک دموکراتی نوشتی، اینو میدونه که تو داری یاوه میگی. اگر رو به افکار عمومی به قول خودت نوشتی که به اینا فشار بیارن این مرکز رو از بین نبرن، که بازم داری یاوه میگی. آقا چه تأثیری داره؟ شما بودجه برای این تنظیم کردی، چه کاری میکنه به سازماندهی احزاب؟ من نمیدونم. کسی میتونه این رو پاسخ بده؟ باید عبدالله مقتدی اینو پاسخ بده. خب بله، فقط خودش میتونه پاسخ بده. آقای آکوش شما مایک زدین؟ عذر میخوام. این مرکز همکاری رو وقتی آقای مهددی از افکار عمومی میخوان که فشار بیارن که نذارن از هم بپاشه و متلاشی بشه، یه جوری حرف میزنن انگار افکار عمومی فشار آوردن که اینا مرکز همکاری بسازن. اصلا همچین چیزی نیست. این افکار عمومی هم اگه ایشون شاید منظورشون فقط هوادارها و عضوهای حزب این دوتا حزب باشه، همین. اصلا نه کسی در جریان بود، نه کسی به اینا فشار آورد. اینا همینطور که خودش میگه 2017 نشستن با ائتلاف سه تا حزب خودشون اینو برپا کردن، ساختن. یکیشون هم که سازمان خبات بود، بعد چند ماه ادعا کرد که اینا با جمهوری اسلامی همکاری میکنن و موافق سرنگونی جمهوری اسلامی نیستن، کشید بیرون با این ادعا و اینا هیچ پاسخی هم ندادن. ولی هیچ افکار عمومی کجا؟ شما بیاید یه چیزی رو بکنید که بتونی ادعا رو ثابت کنی که افکار عمومی از شما خواسته، مردمانی از شما خواستن این سازمان همکاری رو بسازید، درست کنید. اینا دروغه، خودشون ساختن، هیچ افکار عمومی هم موجود نیست. بله. پس با این اوصاف در راستای منفعت کرد و منفعت مبارزه علیه جمهوری اسلامی، دقیقا من این تیکه رو تحت لفظی ترجمه کردم: برژەوەندی خەبات دژی کۆماری ئیسلامی، منفعت مبارزه علیه جمهوری اسلامی و حتی منفعت حزبی. نه اینکه مرکز نباید منحل شود، بلکه باید برای ثبات مرکز بیشتر تلاش کرد تا فعالتر از پیش باشد. خوشبختانه رهبری کومله و دموکرات بر این امر واقف هستند. خب نه دیگه، رهبریت دموکرات الان گفت که ما با رضا پهلوی به اسم خودش و به اسم تمام مردم کرد گفت هیچ همکاری نمی کنیم. یعنی کلن شما رو پاک کرد و تمام فرمایشاتی رو که هر جایی کردید رو باطل کرد. نه دیگه، این دروغه. بله. یعنی دقیقا از همین امروز به بعد هیچ
سازمان همکاری هم دیگه موجود نیست، هیچ فعالیتی هم درش نمی کنن دیگه. ایشون الان با هم تضاد دارن، همکاری بین دو تا حزب، خب الان تضاد بینشون افتاده. درسته؟ بله. حالا هم کوتاه اشاره‌ای به نشست جورج تاون بکنیم. متن پیام کوتاه من به سمع و نظر مخاطبان رسیده است و همه می توانند پیام مرا قضاوت کنند. مدت 2 دقیقه و نیمی که در اختیار داشتم، جایگاه کرد در انقلاب ژینا را ارج نهادم و همچنین خب تصویری من خیلی عذر کلی. میخوام. ببینید، خب اینجا در این سخنان مشخص میشه که آقای عبدالله مقتدی لیمیت براش گذاشتن، گفتن 2 دقیقه و نیم بیشتر شما نمیتونید صحبت بکنید و پیامتون باید در اون 2 دقیقه و نیم خلاصه بشه. توجه میفرمایید. و این نکته خیلی مهمه. خب در اون 2 دقیقه و نیمی که برام مشخص کرده بودن، دوباره بخونید این رو. بله چشم. مدت 2 دقیقه و نیمی که در اختیار داشتم، جایگاه کرد در انقلاب ژینا را ارج نهادم و همچنین تصویری کلی از ایرانی که کرد میتواند در آن زندگی بکند، یعنی دموکراسی کثرت‌گرا را نشان دادم و باید به زبانی محکم و قوی من و عذر نه میخوام. زبانی سخت. یعنی الان کردها در ایران زندگی نمیکنن، الان تو مریخ دارن زندگی میکنن، یا الان زندگی نمیکنن؟ بله. باید به زبانی محکم و قوی و نه زبانی سخت این کار را می‌کردم. شاید عده‌ای بپرسند و بخواهند بدانند که چرا به نه، من نمایندگی. عذر میخوام. این ترجمه رو اینجا غلط انجام دادید و زبانی محکم اما نه زبان قهر یا تهدید، نه سخت. بله ببخشید. ایشون زبان. میگه شیر و تیر، میگه شمشیر و تیر، یعنی زبان تهدید. بله. بله ببخشید، عذرخواهی میکنم. شاید عده‌ای بپرسند و بخواهند بدانند که چرا به نمایندگی از مرکز همکاری مشارکت نکردیم. یک لحظه ببخشید. شاید عده‌ای بپرسند و بخواهند بدانند که چرا به نمایندگی از مرکز همکاری مشارکت نکردیم. باید عرض بکنم که بیشتر از 1 ماه و نیم پیش از این نشست، شخص من دعوت شده بودم و این مسئله را با رهبری حزب دموکرات به اشتراک گذاشتم و به آقای مصطفی هجری پیشنهاد کردم که قضیه دعوت کردن شما را هم مطرح کنیم. درست همان موقع اشاره کردم که این یک پنل آکادمیک نیست و یک تجلی سیاسی و مشارکت کنندگان هم چه کسانی هستند. اگر چنین نشد، خطا از من نیست. من خیلی عذر میخوام، من اینو نفهمیدم. ترجمهش رو مثل این که خیلی نامفهوم انجام دادید. ایشون داره میگه که 1 ماه و نیم پیش به من گفتن بیا در این نشست حضور پیدا بکن. من به آقای مصطفی هجری گفتم. خب این راه درستی نبود آقای مقتدی. شما اگه راست میگفتی به اونها فشار می آوردی شخص مصطفی هجری هم دعوت کنن. حالا اون شرکت میکرد یا نمیکرد به تو ربطی نداشت، ولی اون دعوتنامه باید برای ایشون هم میرفت. اوکی. ولی اینجا شما خواستی بگی که آقای مصطفی هجری شما اصلا عددی نیستی، اینا شخص منو دعوت کردن چون من رجل سیاسی مهمی هستم، تازه نه حزبت رو، تازه نه هیچی، خودتو دعوت کردن. خب شما این رو به رهبریت حزب دموکرات گفتی و به آقای مصطفی هجری برخورده. اما از اونجایی که میخوای یه طعنه هم به مصطفی هجری بزنی، میگی که به مصطفی هجری گفتم. اینجا در دانشگاه جورج تاون یک پنل اکادمیک نیست، یک پنل سیاسیه که ایشون نترسه، فکر نکنه که باید سواد خوبی داشته باشه و چون سواد نداره شرکت نکنه.
اوکی. پنل سیاسی سواد نمیخواد. هر بی سوادی میتونه بیاد بره اونجا و بشینه بگی که حقوق زن، حقوق کودکان، انقلاب ژینا، دختره رفت تهران زدن کشتنش، ما جیغ زدیم گفتیم انقلاب، دموکراسی میخوایم، سکولاریسم میخوایم. اینا هر احمقی میتونه حفظ بکنه و بیاد تکرار کنه. سواد نمیخواد که. راست میگه. درسته آقای کاوه این رو گفته بود. بله بله دقیقا آقای حیدری. به هر حال عذرخواهی میکنم بابت ترجمه ناقصی که انجام خب دادم. این نه خواهش میکنم. این البته این زبون همین طوری شده، فارسی هممون رو به هم ریخت الان. این ترجمه که الان شما میخونید باعث شده هممون اشتباه فارسی صحبت کنیم از ابتدای کلاب تا الان. بله ببخشید. آن روزها نشست دیگری که صرفاً یک نشست تبادل آرا بود مطرح شد و گفتند که آقای رضا پهلوی هم حضور دارد و همان موقع به سران مرکز پیشنهاد مشارکت دادم. متاسفانه سر نگرفت. دفعات زیادی من برای مشارکت در نشست‌های اینچنینی دعوت می‌شدم و هر دفعه با مرکز مطرح کرده‌ام چون یک سری مسائل به توافق خب جالب. نمی‌رسیدیم. من عذر میخوام. ببینید تنها دلیلی که اینها در رأس حزبهای خودشون موندن اینه که اون منبع مالی رو فقط اینها میشناسند، یا اون منبع یا مالی فقط اینها رو میشناسه به رسمیت. مثلا اون مبالغ رو فقط به آقای مصطفی هجری میده، فقط به آقای عبدالله مهتدی میده. به همین خاطر اینها در رأس احزاب خود مانده اند. آقای مهتدی چرا همین سیاست رو در مرکز همکاری هم به کار بردی؟ چرا کانکشن فقط تو کانکشن داری با رضا پهلوی و امثال رضا پهلوی؟ چرا این کانکشن رو به مرکز همکاری ندادی؟ چرا هر جایی رفتی به جای اینکه شماره تلفن خودت رو بدی، شماره تلفن مرکز همکاری رو ندادی؟ ها؟ چرا سعی کردی که این منابع فقط در اختیار تو باشه و تو بیای پیشنهاد بدی بگی اگه میخواید بریم، من میگم که شما رو دعوت کنم؟ آقا متوجه میشید فضا چه شکلیه؟ جناب حیدری، شما به مورد مهمی اشاره کردی که عبدالله مهتدی اونجا هیچ اعتراضی به این نداشت که چرا شخصی از طرف حزب دموکرات هم دعوت نشدن در اینجا. خب طبیعتا ایشون باید اینو مطرح میکرد، همونطور که اونجا فکر کنم خانم عبادی بود که گفتن من نگرانم، ناراحتم از اینکه به عنوان نماینده اقوام فقط کردها موجودن، یعنی عبدالله مهتدی. بلوچ ها چرا نیستن؟ بعدش هم رفتن یه نشست دیگه گذاشتن، خانم فریبا بلوچ هم آوردن، صحبت هایی کردن و در کلاب هاوس ما نقد کردیم، راجبش حرف زدیم. حالا میشه به نظر شما جناب حیدری میشه یکی از دلایل اینکه عبدالله مهتدی ادعا میکرد که من به عنوان نماینده حزبم و سازمان همکاری اونجا قرار نگرفتم این بوده که فکر اینو میکرده که اگه همچین چیزی بگه یا ایشون گفت که به قبلش عنوان نماینده مرکز همکاری قرار گرفتم. نه قرار گرفتم، خود را میدانم. بله، نگفت حزب ولی گفت هم مرکز همکاری میدانم. من خب اون حرفایی که عبدالله مهتدی در تلویزیون رودا زدن بعد از نشست جورج تاون، ایشون گفتن من نه به عنوان نماینده حزب و ساختار، نه به عنوان نماینده حالا به حزب و اونجا هم میرسیم آقای آقا. بله ببینید ایشون آقای گفتن. یعقوب، سخت نیست. یه شعر عارفانه هست میگه که نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آید 90 هم پیش ماست. اوکی. ایشون آردی رهبر کومله هستن، یعنی کومله رو در جیب دارن، در دست دارن. وقتی مرکز همکاری رو میگه یعنی حزب دموکرات هم تو جیبمه. اینجا میگه من نه نماینده کامل خود را میدانم بلکه نماینده مرکز همکاری و نماینده مردم کرد میدانم. حالا متوجه شدی آقا؟ اون آردی کامله رو تو جیبش داره. بله من فکر کردم ایشون گفتن فقط به عنوان نماینده کرد رفتن، نه سازمان همکاری. ببخشید. بله.
آن روزها نشست دیگری که صرفاً یک نشست تبادل آرا بود مطرح شد و گفتند که آقای رضا پهلوی هم حضور دارند. و همان موقع به سران مرکز پیشنهاد مشارکت دادم. متاسفانه سر نگرفت. دفعات زیادی من برای مشارکت در نشست‌های اینچنینی دعوت می‌شدم و هر دفعه با مرکز که مطرح می‌کردم چون سر یک سری مسائل به توافق نمی‌رسیدیم منم برای حفظ اتحادمان عدم مشارکتم را هر دفعه به بهانه‌ای توجیه می‌کردم. در واقع اگر اختیار با من بود میبایست 3-4 ماه پیش همان موقع که انقلاب گرم بود و کرد در اوج این تلاش‌ها را می‌کردیم. میبایست ما به عنوان مرکز همکاری خیلی پیشتر ابتکار عمل به خرج میدادیم برای دعوت اپوزیسیون از دوستان نزدیکمان در کنگره ملت‌ها تا جمهوری خواهان تا مشروطه خواهان و احزاب و شخصیت‌های دیگر تا خود آقای رضا پهلوی. میبایست خود میزبان بودیم و همه را جمع می‌کردیم. در این میان تلاش می‌کردیم که گزینه‌هایی که برای کرد الزامی بود و در این مرحله برای ما مقدور بود رو مورد بررسی قرار میدادیم و برای محقق کردنشان تلاش می‌کردیم. متاسفانه چنین نشد. من خیلی عذر میخوام، ترجمه شما اینجا ضعیف بوده و اون نکته مهم رو از قلم انداختید. آقای مقتدی به زبان فسومی اونجا داره این رو القا میکنه که ما به عنوان کرد میتوانستیم خود را به عنوان صاحبان حکومت آینده یا ایران جا بزنیم با این کار، و شما این نتونستی در ترجمه در بیاری. بله، به عنوان کرد رو اشاره نکردم. دقیقا شما درست می‌فرمایید. خب میتونید دقیقا اگه پاراگرافش هست، پاراگراف فاسومیش هست بخونید. نه مشخص میکنه که ایشون ادعا میکنه که ما باید 3-4 ماه پیش نقش کت خدا رو بر عهده میگرفتیم، ما اینا رو دعوت میکردیم تا ما میشدیم صاحب حکومت آینده و ایران. چشم، حتما من پاراگراف فاسومیش را میخونم. لە ڕاستیدا ئەگەر بە من بوایە دەبوو هەر 3-4 مانگ زووتر ئەو کاتەی شۆڕشەکە لە گەرمەی خۆیدا و کورد لە لووتکەدا بوو ئەو هەوڵانەمان دابایە، دەبوایە ئێمەی ناوەند وەکو زووتر دەستپێشخەریمان کردبایە بۆ بانگهێشتن و کۆکردنەوەی ئۆپۆزیسیۆن، هەر لە دۆستانی نزیکمان لە کۆنگرەی نەتەوەکانەوە بگرە تا کۆماری خوازان و مەشروتە خوازان و حیزب و کەسایەتیەکانی دیکە تا دەگاتە خودی ئاغای پەهلەویش. دەبوو خۆ بکەین بە خانەخوێ و کۆکەرەوەی هەمووان، بە کاروانێکیش نەکرابایە بە چەند کاروان. خب بسیار عالی. ما باید میشدیم صاحب همه چیز و گردآورنده دیگران. درسته؟ بله درست بود دیگه. بله. بله درست. بله بله، درست. صابخونه. بله. با این کار ما میشدیم صاحب خونه. کاملا درست. خب من هندیشش رو ادامه میدم. در این میان تلاش می‌کردیم که گزینه‌هایی که برای کرد الزامی بود و در این مرحله برای ما مقدور بود را مورد بررسی قرار می‌دادیم و برای محقق کردنشان تلاش می‌کردیم. متاسفانه چنین نشد. در این مدت تلاش من به خاطر این آرمان‌ها، یعنی نزدیک کردن و سازمان دادن به اپوزیسیون ایرانی با خود و با کرد و همچنین احقاق حقوق کرد لحظه‌ای درنگ نکردم. بدون دستاورد هم نبوده، می شود بعداً هم راجع بهش حرف زد. هدفم هم این بوده کانال‌های ارتباط کرد با اپوزیسیون ایرانی را باز نگه دارم و نگذارم بسته شوند. هر مجلسی و نشستی هم که شرکت بسیار کرده عالی. ام. بسیار عالی. اینجا مشخص شد تمام ارتباط کرد با ایران از طریق عبدالله مقتدی اتفاق میفته، دقیقاً. چون بله. ایشون نمیذاره این کانال ها بسته بشه. بله. بله. هر مجلس و نشستی هم که شرکت کرده ام از مرکز همکاری گفتم و درخواست کردم که با مرکز ارتباط بگیرند.
هیچ جا یک استبداد حزبی نبودم، بلکه از منظر یک کرد و به خصوص مرکز همکاری سخن گفتم. برای سوال اینه این که ادعا هم چرا با مرکز همکاری ارتباط برقرار نکردن؟ اینه که شما هیچ وزنی نداری در این نشستایی که انجام دادی. اینو داره میگه، نه آقای محتدی؟ بله. بلکه از منظر یک کرد و به آقای خصوص مرکز احمدی، من همکاری. عذر میخوام، یاران میدونن من یه کمی ناخوش احوالم، نمیتونم به صورت طولانی صحبت بکنم. من که سوالی میکنم رو شما میتونید ادامه بدید. حالا نمیشه توضیح داد رو استیج برصورت. آقای کاوه مایکتون بسته است. بله، من خواستم متن رو کلا بخونم. آقای حیدری پیشنهاد کردن که ما روی این سوال ها بیستیم و حرف بزنیم. اینکه آقای مهتدی پیشنهاد کردن، هر نشستی که رفتن پیشنهاد کردن که با مرکز ارتباط بگیرن، خب دقیقا درسته حرف آقای حیدری. یعنی آقای مهتدی میان اپوزیسیون ایرانی هیچ وزنی ندارن و حرف ایشان اصلا کسی گوش نمیده که چیکار بکنن چیکار نکنن. فقط آقای کاوه، به نظر من برعکسه. یعنی اینا اصلا با مرکز هماهنگی تماس نگرفتن. یعنی چی؟ ایشون میگن آقا به فلان مرکز حرف بزن، اینا شاید ایرانی، اپوزیسیون ایرانی گفته آقا مرکز چی، خودت بیا کافیه دیگه. یعنی اصلا مرکز رو براشون بی معنی بوده. اینا فقط عبدالله معتضی رو میشناسن. این اگر این احزاب کردی به قول خودشون مرکز همکاری دارن، پس چرا مثلا عبدالله معتضی رو میبرن؟ چرا با این مرکز تماس گرفته نمیشه؟ مثل میمونه مثلا همین خود معلم، مثلا ما آخیزیم، چه میدونم من منو عذر همین میخوام آقای بدبخت. سعید، شما دارید اشتباه تحلیل میکنید. آقا جان، ایشون میگه که من هر جایی میرم مرکز رو معرفی میکنم اما با مرکز تماس نمیگیرم. عملا محتدی داره میگه که پل ارتباطی احزاب منتسب به کرد به اپوزیسیون ایرانی که صاحبان ایرانند، شخص من هستم. چرا متوجه نمیشید آقا؟ داره میگه که من نیتم خیر، کار خوبم کردم، رفتم اونجا گفتم با این مرکز صحبت کنید، با من صحبت نکنید، ولی نمیدونم چرا هی منو ترجیح میدن. آخه چرا دریافت نمیکنید داستان رو؟ خب دقیقا دو حالت داره، یا این که عبدالله مهتدی دروغ میگه، اصلا مرکز رو به اپوزیسیون ایرانی معرفی نکرده، یا اگه معرفی کرده خب اونا مهم نبوده براشون، فقط شخص خودش اینجا مهمه که اوامر رو داره انجام میده، چیز دیگه موجود نیست. حالا از سخنان خودش من این برداشت رو میکنم، عبدالله مهتدی یا دروغ میگه یا مأمور حرفا و کارایی که ایران بهش میگه انجام بده. آقای کاوه، اگر این مرکز همکاری رو جمهوری اسلامی نمی ساخت و اینها رو هماهنگ نمی کرد و اینها واقعا در یک انقلاب واقعی در ایران اتفاق می افتاد، این احزاب پته همدیگر رو آب می ریختن. این ادعا می کرد که من فراخوان اعتصاب دادم، اینا نیروهای من بودن. اون یکی میگفت دروغ داره میگه، هیچ کدومشون نیروهای اون نبوده و دروغ داره میگه، وزنی نداره. این شورای همکاری که جمهوری اسلامی برای اینها ساخت باعث شد که اینها همگی با هم از ثمرات این نمایش یک میزان بهره مند شوند. از بین رفتن این مرکز اون وقت اینها رو وادار به نمایش میکنه بابت و واکنش میکنه بابت منافعی که به دست خواهند آورد. متوجه میشه حالا اهمیت این داستان کجاست؟
بله کاملا درسته آقای حیدری، کاملا درسته. خب یاران اگه فرمایشی نیست من برم ادامه مطلب رو بخونم. بفرمایید آقای کاوه. البته آقای احمدی ببخشید، در اوایل صحبتاشون هم ایشون فرمودن که به من علنا هم فرمودن که به من 2 دقیقه و نیم فرصت دادن. دلیل اینکه ایشون اونجا حاضر نبودن در جورج تاون 2 دقیقه و نیم به این فرصت دادن. پس آقای مصطفی هجری تو هم ناراحت نباش از اینکه حضور نداشتی. البته اینجا هم که فکر کنم کسانی از احزاب یا از حزب کمره یا از طرفدارهاشون یا کسایی هم که شاید شناخت بهتری از آقای مهتدی داشته باشن میتونن تشریف بیارن و شاید بگن صحبتهای ما اینطور نیست، یا ایشون اگر بهتر میفهمن میتونن توضیح بدن کسی موجود هستش. بفرمایید. بله، در این مدت تلاش من به خاطر این آرمانها، یعنی نزدیک کردن و سازمان دادن به اپوزیسیون ایرانی با خود و با کرد و همچنین احقاق حقوق کرد لحظه‌ای درنگ نکردم. بدون دستاورد هم نبوده، می شود بعداً هم راجع بهش حرف زد. هدفم هم این بوده کانال‌های ارتباط کرد با اپوزیسیون ایرانی را باز نگه دارم و نگذارم بسته شوند. هر مجلس و نشستی هم که شرکت کردم از مرکز همکاری گفتم و درخواست کردم که با مرکز ارتباط بگیرند. هیچ جا یک استبداد حزبی نبودم، بلکه از منظر یک کرد و به خصوص مرکز همکاری سخن گفتم. برای این ادعا هم شاهد دارم. برام هم مهم نبوده دیگران چنین نمی‌کنند، من چنین کردم. البته در ترجمه باید مستبد استفاده میکردی و استبداد غلطه. حالا ادامه بدی. چون این میکردم. بله. بله ببخشید. آقای کاوه عذر میخوام، ایشون میگن من هر جا رفتم این مرکز رو معرفی کردم. بعد ایشون میگه به نمایندگی مرکز حرف زدم و از مرکز حرف زدم. کلا تناقض داره حرفاش. خب تو اگه به عنوان نماینده مرکز معرفی شدی یا به جای دعوت شدی، چطور تو مرکز رو معرفی کردی؟ نه خب کاملا درسته. اینجا کاملا مشخص عبدالله مهتدی داره همین رو میگه منو میشناسن. من نذاشتم که کانال ارتباطی اپوزیسیون با کرد از بین بره و متوجه میشید کانال دست اونه، مثل سرچشمه های مالی کمله که دست عبدالله مهتدیه. متوجه شدی؟ بله دقیقا حرفاش همینو به مخاطب میگه که ایشون دارن معرفی میکنن و راه ارتباطی ایشونن. بله پل ارتباطی. عزیز کلید حتی ارتباط آقای مهتدی با این اپوزیسیون و با اصلاح طلبین شخصی بود به نام آقای حسین بلوچ، سلطنت طلب، سفیر سابق جریان سلطنتی، سلطنت طلب گذشته، بلوچ باز جدید. این اون داستانه. از تلویزیون های نوریزاده گرفته و بعدش هم ارتباط با اصلاح طلبینی که حالا بماند. شما پر واضح میبینید این چیزها رو. اینی که در این تلویزیون ها حضور میابند داستان داره. اینا ادامه بده آقای کاوه. من باز عذرخواهی میکنم آقای دری، آقای سامان هم تشریف آوردن تا آقای کاوه هم استراحت بفرمایید. آقای سامان خوش آمدید. ممنون کاکدیا جان، سلامتی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من یک سوال اساسی داشتم، اگر هر موقع مطلبتون تموم شد این سوال اساسی رو مطرح میکنم. بسیار عالی، ممنونم. بفرمایید آقای کاوه احمدی. بله. حتی در چند
تینک تانک آمریکایی طی چند ماه اخیر برای سمینار دعوت شده‌ام و همه جا از نقش کرد در این انقلاب و نقش مرکز در بسیج و سازماندهی مردم کردستان گفته‌ام. بله خب میگه دروغ کم حافظه است. ایشون الان خودشون گفتن که به سمینارهایی در چند تینک تانک آمریکایی دعوت شدن و ایشون از بریتانیا به مقصد آمریکا سفر کردن به خاطر اینکه یه ساعت در یک پنلی 20 دقیقهشون یک مطلبی رو ارائه بده، ولی ایشون آماده نبوده و گفت که من نمیتوانستم بروم در آمریکا در جورج تاون حضور پیدا بکنم، در جایی که اتفاقا به زبان پارسی مورد پوشش رسانه‌های فارسی زبان وایس آف آمریکا و بی بی سی و ایران اینترنشنال بود. خب اینجا میفهمید که اونجایی که گفت من هر وقتی منو دعوت کردن چون در شورای همکاری به نتیجه نرسیدیم من توجیه کردم عدم حضورم را، اینجا داره توجیه میکنه عدم برخورد وزن ضعیف کوتاه ویدیویی 2.5 دقیقه خود را که من نتونستم برم و نتونستم حضور پیدا کنم. یعنی میتونستم حضور پیدا بکنم، یعنی منو برده بودن که اونجا بشینم ساعتها حرف بزنم و ساعتها برای خودم مانور بدم و بشینم مثل رضا پهلوی سوالات رو با انگلیسی پاسخ بدم که من انگلیسی هم بلدم خیلی شیکه. این داره دروغ میگه، داره اینجا دروغ میگه. اینجا کاملا میگه دروغ و کم حافظش رو شد که ایشون هر جایی دعوتش بکنن، هر تریبونی در اختیارش بذارن میره. بله. و همه جا از نقش کرد در این انقلاب و نقش مرکز در بسیج و سازماندهی مردم کردستان گفته‌ام. خب این خیلی میتوانم دروغه، این دروغ محضه. شما یک نمونه از بسیج و سازماندهی که کردید رو کنید، یک نمونه. شما فردا یه فراخوان اعتصاب بدید در تمام کردستان، پس فردا این کار رو بکنید، پس این فردا یک فراخوان بدید. دروغ دارید میگید. شما هر وقتی فراخوان دادید سپاه پاسداران بهتون گفته که فراخوان بدید، ما مغازه رو براتون تعطیل میکنیم. دروغ داری میگی. کدام سازماندهی کردی؟ یعنی شما بفرمایید کدام تظاهرات را هسته‌های اولیه سازماندهی شده مرکز همکاری آغاز کردن؟ کدام؟ کجا؟ چرا حالا همون اعتراضات رو سازماندهی کردن؟ یعنی شما از بالا داری به طرف دستور میدی و طرف انجام میده، مثل عملیات چریکی که نیروهاتو میفرستی علیرغم اینکه میدونه امکان داره یک احتمال بسیار زیاد مسیری که میره مسیر بدون بازگشته، مجبوره که بره این عملیات رو انجام بده. حالا نیروهای سازماندهی شما باید توان این رو داشته باشن که اعتراضات رو ادامه بدن. بسم الله آقا، بسم الله. دروغ داری میگی. وقتی نیروی سازماندهی شده نیست تو نمیتونی اینها رو به خیابان بکشی. وقتی سازماندهی شده است با دستور کار میکنه و با دستور میاد تو خیابان. سازماندهی یعنی این آقای عبدالله مهدی، و تو داری دروغ میگی، چون الان توان تشکیل یک تظاهرات کوچک 200 نفره رو ندارید. میگید نه هازاگوی هازا میدم، فردا این کارو بکن. بله بله نداشتم. کاملا. ببخشید جناب کاوه. بله کاملا درسته. اینا در 2 ماه 3 ماه بعد از اعتراضات که به فاز اعتصاب رفتن بیانیه میدادن، خود حاکمیت با تهدیدی که صنف‌ها و اتحادیه‌ها میکردن به مغازه دارن که اگه مغازه هاتون رو باز بکنید ممکنه یه کوکتل مولوتوفی بزنن این معترضه آتیش بگیره، یه هفته 10 روزم تونستن با این همکاری خود سپاه پاسداران مغازه‌های مردم رو ببندن، اونم نه به طور 100%. حالا یه شهری چند تا از این شهرهای قومی اتنیکی کردی داشتن در حد 30-40%، اونم یه هفته بیشتر طول نکشید. چرا الان دوباره اعتصاب نمی کنید؟ چون دیگه مردم در این حد 30-40% اونایی هم که میکردن نمیکنن دیگه. چرا دقیقاً به قول آقای حیدری شما الان مردم رو به بیرون فرا نمیخونید بیان اعتراض بکنن؟ چرا یهویی همش فتیله ها کشیده شد، پایین کشیده شد؟
بله هیچ موردی ندارن، کاملا درست میگن جناب ایدری. ایشون الان اینجا دارن غش میکنن، دروغ میگن، هیچ سازماندهی نداشتن. خب تفاوت بله سازماندهی با عدم سازماندهی در این دیگه آقای حکیمی، شما میگی مردم سازماندهی میشن، یعنی که اون وقت با دستور کار میکنن، تصمیم میگیرن فردا اعتصابه، هیچکی نمیاد سر کار، هر کی بیاد باش برخورد میکنن، چون یک نیروی قاطع سازماندهی شده‌ای وجود داره که داره بر اساس یک سری فرامین، دستور، پرنسیپ‌ها و اصول عمل میکنه. وقتی تو یه توده بیشکلی، نمیشه به این هیچ حرکتی داد، به این هیچ شکلی داد. سازماندهی یعنی این ادعا میکنه ما سازماندهی کردیم. خب نمودهای این سازماندهی رو نشون بده. نمیتونه. سوالم اینه که شما داری با کی حرف میزنی؟ با حزب دموکرات یا با یه مشت پخمه؟ اگر این چیزایی که میگی مرکز همکاری داره، چرا دموکراتیا میخوان ازش بیرون بیان؟ چرا میخوان این رو باطل اعلام بکنن؟ یعنی اونا نمیفهمن، فقط شما میفهمی. این چیزایی که داری میگی سازماندهی کردیم و انقلاب درست کردیم و خیلی وزن داریم و ها، اوکی، ادامه میدیم. در صورتی که در بله گفته‌های مصطفی هجری این گونه برداشت میشه که مردم کرد یعنی حزب دموکرات. بله. میتوانم، ببخشید من از اول میخونم. حتی در چند تینک تانک آمریکایی طی چند ماه اخیر برای سمینار دعوت شدم و همه جا از نقش کرد در این انقلاب و نقش مرکز در بسیج و سازماندهی مردم کردستان گفتم. می توانم متن گفتارهایم را به زبان انگلیسی منتشر کنم که همه ببینند من از کرد گفتم، نه از حزب خود. حتی مصاحبه هایم در رسانه های فارسی موجود است. خب بسیار آیا عالی. چه دلیلی داره که آقای مهتدی اصرار میکنه که من متن اینها رو به انگلیسی نشان میدم؟ خب اینجا دوباره اون بیسوادی مصطفی هجری رو میخواد به رخش بکشه. متوجه شدید؟ خب ادامه میدیم. من متن دقیقا سخنرانی هام رو به انگلیسی براتون میفرستم. چند نفر انگلیسی میدونه که بخونه تا ببینه شما چه گفتی؟ دقیقا جناب ایدری، اصلا واسه کی میخوای به انگلیسی؟ مگه شما واسه مردم کرد و نهایتا حالا ایرانی میخوای این حرفا رو بزنی؟ دیگه طرف فارسی بلده، کردی بلده، مثلا زبان مادریش. چه لزومی داره شما این ادعا رو بکنید؟ واسه کی بلده انگلیسی بخونه؟ واسه مصطفی هجری شون هم شهری شما هستن، با همین زبونی هم که داری حرف میزنی اینو نوشتیشون میفهمن. البته خودش هم گفت در ابتدای سخنانش و در ابتدای متنی که نوشته بود، گفت که اگر این فضا موجود نبود من ناچار نبودم یا این کارو نمی‌کردم فکت‌ها رو رو بکنم یا بهش اشاره بکنم. حالا چون این فضا، شما این فضا رو درست کردین، دموکراتی ها شما این فضا رو درست کردین، من مجبورم به اینا اشاره بکنم. دقیقا حرف آقای حیدری درسته، میخواد به رخ بکشه اینو. حتی مصاحبه هایم در رسانه های فارسی زبان موجود است. آیا مایی که در این رسانه‌ها من به کار بردم را مثل مای حزبی می‌بینید یا از منظر منافع کرد و حتی مرکز؟ اینها هم تنها جواب آقای جهانگیری نیست، بلکه جوابیه‌ای است به همه افکار عمومی کردستان. البته من اینو دقیقاً تحت لفظی ترجمه کردم، ایشون به فارسی نوشته بودند همون رای گشتی کردستان. دقیقا میشه همه افکار عمومی کردستان. بگذارید این توضیح را هم بدهم که من حتی در حزب خود اگر قدمی برداشته‌ام با مشورت و موافقت رفیقان کمله بوده است. بعد از ادغام در آخرین پلنوم گزارش مفصلی دادم. آقای اون کاوه ادغام میخوام ایشون اگه این ادعایی که دارن میکنن، اگه هر قدمی که برداشتن با همکاری رفیقاش در داخل کمله بوده،
چرا اونجا ادعا کردن که به نمایندگی کمل حضور پیدا نکردن؟ چرا؟ چطور این دوست داشت بهش اجازه دادن؟ به عبدالله مهتدی اجازه دادن که همچین حرفی بزنه، بگه من به نمایندگی از کمل اینجا حضور پیدا نکردم. و این دروغ میگه. چه لزومی؟ اصلا اینا چی احمقن؟ چرا باید، اگه همکاری کرده، اگه مشورت کرده واسه برداشتن هر قدمی، هر حرکتی، چرا همچین حرفی رو اینا چرا باید بهش اجازه بدن یا موافقت بکنن با عبدالله مهتدی که همچین حرفی بزنه؟ اگه به خاطر کومله نباشه عبدالله مهتدی رو کی میشناسه؟ چرا باید اونجا دعوت بکنن؟ چون میگه من هر قدمی که برداشتم با همکاری رفیق حزبیان بوده. چون دروغ میگه. اگه اینطور بود رفیق حزبیاش بهش همچی اجازه رو نمیدادن همچی ادعایی بکنه، بگه من نمایندگی حزبم نمیام. البته اگر آدم‌هایی که میزانی اختیار و غرور داشتن، نه پخمه‌های اعضای مهتدی. ظاهرا اعضای مهتدی کلا یه مشت پخمن. بله. البته تمام رفیق حزبی‌هاش یک امتیازی که خودش بهشون داده. یعنی به قول آقای حیدری کومله چیزی نیست جز عبدالله مهتدی. بله. بگذارید این توضیح را هم بدهم که من حتی در حزب خود اگر قدمی برداشته‌ام با مشورت و موافقت رفیقان کمله بوده است. بعد از ادغام در آخرین پلنوم گزارش مفصلی داده‌ام. آن گزارش و همچنین پلتفرم درباره سیاستمان در برابر اپوزیسیون ایرانی به اتفاق آرا تصویب شد. یعنی این تنها سیاست من من عذر نیست. میخوام. یعنی اینا خودشون الان اپوزیسیون مریخی هن. ببین این اون زبان دوگانه است. این آقایان ایرانی قومباز وقتی به زبان خودشون صحبت میکنن تبدیل میشن به دیگری، یک چیز مجزای از ایران. بعد مثلا میگن اپوزیسیون ایرانی، دیگه اینجا احتیاج نداشت ما در مورد اپوزیسیون گواتمالا حرف نمیزنیم که، داریم در مورد اپوزیسیون احیانا جایی که درش قرار داریم که اسمش ایرانه حرف میزنیم. شما خودتون ایرانی میدانید دیگه، شما فدرالی برای ایران میخواید و ایران آزاد و دموکرات سکولار رو میخواید، ولی شما میدونید در زبان مادریشون داره میگه اپوزیسیون ایرانی، یعنی اینا با ما فرق دارن، ما با اینا فرق داریم. بله. بله دیگه تموم شد آقای حیدری. به اتفاق آرا تصویب شد. یعنی این تنها سیاست من نیست، بلکه سیاست حزب کمله است. یکی دو خط مونده بود، خب بسیار ارجاع عالی، داده بود. بسیار عالی. اینا که شما شنیدید ما تحت لفظی خواستیم نزاع بین کماله و دموکرات رو نشون بدیم که جدیه. چرا؟ اینجا آنچه که من اگه یادتون باشه گفتم که بیت رهبری جمهوری اسلامی تمامی ایادی خود را در این جریان خرج میکنه و دارید میبینید که خرج میکنه. کار به جایی رسیده که رقابت‌های درون گروهی داره پته همدیگر رو آب میریزن، همه دارن این کارو میکنن. حالا قدم بعدی برای دریافت این یه چیزی قرار بود پخش بکنید، اون رو پخش بکنید تا ما بیایم موضع مصطفی هجری، موضع عبدالله مهتدی و موضع دیگران رو بررسی بکنیم، کلا ساختار آینده ایران رو بررسی بکنیم. این چیزی که تحت نام سکولاریسم و تحزب و تکثر ازش صحبت میکنن رو در موردش صحبت بکنیم. ببینید اینا از همین حالا که هیچ اتفاقی نیفتاده، از همین حالا یک سری حلقه ها رو درست کردن و بستن. یعنی دیگه درون این حلقه کسی دیگه نمیتونه ورود پیدا بکنه، کسی دیگه نمیتونه بیاد اینجا، منحصرا در اختیار ماست. بله بفرمایید آقایان مدریتور، حالا اداره بکن. بله مرسی جناب ایدری، ممنون. این فایلی صوتی که قرار پخش بشه یک نقل قولی آقای آذرخش موکری از دیوید باس دارن میکنن.
آقای تا من این فایل رو آماده میکنم، آقای سامان اگه سوالی دارید شما بفرمایید. یه دقیقه ای شاید طول بکشه. حالا واقعیتش من از آقای حیدری سوالم این بود که شما احزاب کردی رو به عنوان نماینده ملت میدونید یا نه؟ و آیا رضا پهلوی رو به عنوان نماینده مردم ایران میدونه یا نه؟ و بعد این سوال میخواستم که راجع به یه چیز دیگه حرف بزنم واقعیتش. بله، شما از یه امر بدیهی میپرسی که من بارها گفتم، نمیدونم چرا این سوال رو میکنید. طبیعتا اینا نماینده خودشون هم نیستن. این نمیتونه خودش هم قشنگ بازنمایی بکنه. میدونی آیه حیدری، وقتی که شما راجع به یک قشر عام حرف میزنید و شما میتونی نماینده یاران باشی به قول خودتون، و این نماینده کسایی که دور و برتون هستند شاید هر کدوم یک قسمتی از کردستان، یه جایی، یک مکانی، یک قسمتی زندگی میکنن در نتیجه. و این احزاب کردی هم از این چیز مستثنا نیستن و 100% هم احزاب کرد نماینده هیچ کسی نیستن آقا. هیچ کسی نیستن. 4 تا هم آدم پیزوری دور و برشون بیاد، اینا اگه صندوق رأی نباشه و انتخابات کذایی، 4 نفرم پیرو ندارن. هیچ کدوم از اینا نمیتونن بگن این ساختار احمقانه‌ای که دارن چیه، اسمش چیه. دموکرات بودن یعنی چه؟ کموله بودن یعنی چه چیزی را باز می نماید؟ اراده مردم کرد را باز می نماید. ببینید آقا، شما همینطور مفاهیم رو خرج می کنید. نماینده یعنی چه؟ یعنی می نمایاند. چه چیز را از تو می نمایاند آقای سامان؟ اصلا الان عبدالله مهتدی نماینده توی چه چیز را از تو می نمایاند؟ من اگر بازنمایی کننده یارانم، به خاطر اینکه آخذ متن داره و من تسلط کامل به این متن دارم. لذا تمام کسانی که پیرو این متنن میدانند که اشراف کامل من بر این متن باعث میشه حرفایی رو بزنم که اینها خودشونم میخوان بزنن. احیانا یه جایی که میریم 200 نفر با هم حرف رو میزنن، من حرف میزنم. شما دقیقا بفرمایید اینها چه چیزی را باز مینمایند. الان تو به عنوان یه کرد میخوای بگی میخوام شلوار کردی پام کنم، خب همه دارن همین حالا پا میکنن. میخوای بگی میخوام به زبان مادری حرف بزنم، احیانا من و شما به زبان گواتمالایی حرف نمیزنیم، برزیلی حرف نمیزنیم، زبان مادری بلدیم و حرف میزنیم. خب این چه کاریه؟ چه کار عبثیه؟ چه چیزی را میخواهد باز نمایی بکنه؟ آیه حیدری واقعیتش هر سیستمی، هر حزبی، الان یه حزب توی کردستان عراق هست اسمش حزب کران هست، یعنی حزب الاغ‌ها. این حزب داره بر خودش کار میکنه و سیستم خودش رو داره. شاید برای خودش تبلیغات بکنه، شاید برای خودش تلویزیون داشته باشه، یا شاید برای خودش افرادی رو جمع کرده باشه. هر حزبی وقتی که حالا شما میخوای فردا یه حزبی تشکیل میدی، یا همین حزبی یا چیزی که داری یا این سازمانی که هستی، میای راجع به اون سازمان خودت فعالیت میکنی. این من هستم که آیا تشخیص میدم اون سازمان، اون حزب به عنوان من اینکه هیچ پس زمینه ذهنی ندارم، میخوام انتخاب بکنم آیا حزب دموکرات رو انتخاب میکنم، آیا به عنوان یک کسی مثل شما آیا آخذ رو انتخاب میکنم، یا کمله، یا هر این چیز زمانیه دیگه. که من بخوام تو انتخاب بکنی. ببین آقای سامان، این یه زمانیه که من بخوام تو انتخاب بکنی، اصلا انتخاب تو برام مهم باشه. آها، پس آخه زمانی که حرف من انتخاب اساسی تو من برام اینه. اصلا اجازه بده آقای سامان، زمانی که انتخاب تو برای من مهم نیست، نظر تو هم برای من مهم نیست. متوجه شدی آقا؟ میدونی شما الان داری دقیقا شما الان همینم داری به عنوان میتونیم مشتری برعکس باشه. شما داری به عنوان مشتری با من حرف میزنی، یعنی اینکه همیشه حق با نه، مشتریه. شما باید یه چیزی بگید ما خوشمان بیاد. نه آقا، من یه چیزی نمیگم تو خوشت بیاد.
ببینید شما تمام داستان رو بر اساس چیزهایی که تو ذهنتون کردن میفهمید. از مثال حزب خرانی که آوردی، میگه لور به بازار نره بازار میگنده. آقای سامان، شما حزب عوضی ها رو هم درست کن، یه مشت عوضی میان میشن عضوت. ها، تو باید بگی که اون ساختاری که میخوای درست بکنی چه شکلیه. ساختار صندوق رأی با بازنمایی کردن میخوای حکومت درست بکنی، همین کثافتی میشه که الان تو دنیا هست. چه چیزی تو رو، من الان میگم چه چیزی تو رو باز مینمایاند؟ تو نمیتونی بگی که چه چیزی تو رو باز مینمایاند. میدونی دقیقا همین حرفی که شما میزنی بر خودتونم صادق است آیه هیدری. وقتی که شما دارید راجع به یک آقای سامان، عذر میخوام، جان شما سوالتون از ریشه کلا اشتباهه، آخه چون شما ما رو داری با حزب قیاس میکنید. ما حزب نیستیم، ما خود مردمیم. وقتی میگی من آخه میام بین چرا شما شما و خودتون حزب مردم دموکرات حساب میکنی انتخاب. اونا نمیتونن خب خودشون مردم مردمی، من حساب بکنن؟ مردمم، من که خب حزب نیستم. به چرا خاطر اینکه من مردمم آقا جان، من مردمم. اون در پوزیشن حزبیه، تو هم مردم نیستی. تو هم در پوزیشنی. به همین خاطر نمیتونی از خودت گزارش بدی. هیچ گزارشی از خودت نداری بدی. شما ندی تو پوزیشن، نمیتونی خودت تعریف کنی. حالا میگم سامان کیه؟ من مهندسم. شما فورا میری تو پوزیشن. کیه؟ من کرد قومیم. دوباره رفتی تو پوزیشن. تو نمیتونی خودت تعریف کنی به عنوان مردم. نیستی. میدونی آیه عالی جناب، شاید سوال من حالا آقای نمیدونم سامان، برای ببخشید آقای جانم. سامان، اگه شما فرض رو بر انتخاب بذاری، خب کسایی که الان طرفدار جمهوری اسلامی یا کسایی که شما جاش میخوانید دوشون، اونایی که نیروی مسلح جمهوری اسلامی هستن و مثلا کرد هستن و این احزاب گفتن بهشون جاش و با اینا جنگ کردن و اینا رو کشتن، اونا چی؟ اونا حق انتخاب داشتن؟ خب اونا هم حق داشت انتخاب کردن، جمهوری اسلامی انتخاب کردن، رفتن کارمند جمهوری اسلامی بشن، نه اومدن پیشمرگ مثلا حزب دموکرات و کومله بشن، رفتن مستقیم کارمند جمهوری اسلامی شدن. پس اونا باشه چی؟ کاک قانع، توی خانواده های شما کسایی نیستن که الان توی دولت دارن کار میکنن یا دارن توی این سیستم معلم هستن، نمیدونم جایی کار میکنن، توی شهرداری، توی بهزیستی، توی کمیته امدادی، جایی هیچ کدوم از کسایی تو که شما دور خانواده هم من جمع که شد؟ نیست، ولی خب این اصلا آخه سوال میدونی من منظور نبود. من من چیه؟ از شما سوال اگر کردم اجازه بدی من که کسایی که مثلا شما جاش خواندیشون و اونا رو کشتی چی؟ اونا چی؟ شما نوعی رو میگم، حزب رو میگم، نه شما. خب اونا هم انتخاب کردن، جمهوری اسلامی رو انتخاب کردن، تو فرض رو بر انتخاب گذاشتی. خب گفت این انتخاب و هر کسی حق داره انتخاب کنه که با کی باشه و با کی نباشه و با کدوم حزب باشه. جمهوری اسلامی هم یه حزبه، حزب جمهوری اسلامی ایران. میدونی کاگ قانع، واقعیتش رو بخوای دقیقا همین جوریه. شما وقتی که اون چیزی که توی ذهنیت، الان من میخوام به قول آی هیدری، من بخوام توی یک دفتر مهندسی کار بکنم، یا باید رقابت بکنم که خودم رو به یک سطحی برسونم، یا همون چیزایی که خودم رو دارم رو به مطلوب ترین شکل ممکن ارائه بدم با این افکار مردم، بدون تبلیغات، بدون هیچ چیزی بیان سمت من و بخوان کارشون رو من براشون انجام بدم. اما این حالت تا یک مقداری قشنگه. بعد از اون که من یک ذره اومدم توی یک سیستمی، اون موقع میخوام حذف بکنم رقیبامم رو. مثلا شما میخوای به عنوان یک افرادی که دور هم جمع شدید، من نمیدونم شما حزبید یا مردم یا هر چیزی که شما اسمشو میبرید، الان در تقلای این هستن که افرادی که مثلا حزب دموکراتن یا کماله هستن یا پاک هستن یا پژاک هستن، این رو حذف بکنن و بگن اینها آدمهای اینجوری یا آنجوری هستن. اما وقتی که من بخوام اون چیزی رو که دارم، الان من چرا میام توی سیستم آقا این شما آقای میشینم؟ سامانو گیرش بدید. این آقای سامانو گیرش بدید. آقای سلمان میکروفون تو ببند. این نمیشه تو رو پاسخ داد. باید تو رو یه جوری دیگه بهت پاسخ داد تا بفهمی. آقا این فایل مکری رو پخش کنید تا این آقای سامان بفهمه داستان چیه.
حالا میفهمه ما تلاش میکنیم کی رو حذف بکنیم. نه آقا جان، ما کسی رو حذف نمیکنیم. شما داستان رو نگرفتی. حالا بهت میگم داستان چه شکلیه. چرا یه عده‌ای هی میخوان خودشونو کوچیک کنن، هی میخوان دایره حلقه رو تنگ تر کنن؟ حالا بهت میگم داستان چیه. آقا پخش کنین رو. بله جناب ایدری، من پخش میکنم. حالا به قول چیز چشمش منو گرفته و نمیدونم اینا میخواد بهم پیشنهاد بده، خب در اجازه صورتی که بده. 15% گفتن بهمون. آقا اجازه بده. بدون معرفی کردن آخه عجب. این آقای آذرخش مکریه، داره در مورد کتاب مردان بد دیوید باس حرف میزنه، معرفی میکنه. خب در مورد رفتارهای مردان بد. خب حالا این تیکه رو پخش کنید، خوب گوش بدید تا ما به داستان آقای سامان و خیلی کسای دیگری برسیم. پخش کنید. ببخشید عبدالله محتدی و مصطفی هجری و ساختار ایران و به اینها برسیم. بله ممنون. میگه که ما چرا انقدر مزاحمت‌های شغلی تو محل کار زیاده. حالا این از کجا میاد دوستان؟ راجع به این دست نگهداری، چون خیلی تبعات اجتماعی زیاده داره. حالا جالبه، خواهم گفت بهتون که یک کتاب دیگه هم بعدا معرفی کنم که در ادامه این، که اونم از اونایی که بخونید کنار این خیلی به نظر میاد اون جریان شناسی رو بهتر آشنا خواهید شد. کتابی است که خانم لوئیس پری نوشته و حالا در ادامه راجع به اونم صحبت خواهم کرد. و حتی یه تجربه جالبی رو میگه من حالا خواهم گفت زمینش چیه، در محل مشاوره، مرکز مشاوره خانم هایی که مورد تعرض، مورد آزار قرار گرفتن خدمت کرده سالها، و میگه یکی از تجارب خیلی شایع من اون احساس چندشی بوده که خانم ها دارن. یعنی میگن که مثلا در محل کار وقتی بعضی آقایون کنار ما هست ما چندش میشه، چون نگرانیم که این نگاه های جنسی داشته باشه، نگاه های بهره کشانانه جنسی داشته باشه. ولی میگه سالها پژوهش در این حوزه خیلی به ندرت آقایونی رو دیدم که اینو بگن. یعنی بگن که مثلا ما حس کردیم که از همکارانمون به اصطلاح به ما نظر داره، حتی خیلی هاشون به قول همین خارجی‌ها فلاترد، احساس کردیم که خب آره پس لابد اینقدر خوش‌تیپم، اینقدر جذابم. ولی اونا میگه درصد زیادشون این احساس دیسکاست رو داشتن. یعنی این تقریبا یه پدیده زنانه است. این رو خانم‌ها خیلیشون میگن از بعضی مردا چندشون میشه، کنارمون از چندشون میشه، چون حس می‌کنیم که نگرانیم، مخلوطی از چندش و ترس و اضطراب، دوست نداریم باش یه جا تنها باشیم. چرا این اتفاق میفته؟ من قبلا یه قولی هم به شما داده بودم ولی هنوز شرمنده‌تونم نتونستم جلسه رو برگزار کنم. گفتم کیس دورای فروید یکی از موارد خیلی مهمه. در فرصتی به این قضیه هم اشاره خواهم کرد و در واقع یه بخشی از داستان کیس دورا، همون آیدا باور که فروید اون رو تحلیلش رو نوشته، به همین مسائل برمیگرده که دوست یه پدرش بهش به نوعی نظر داشته و سعی می‌کرده بهش نزدیک شه، بغلش کنه، در آغوش بگیرتش، و بعد از اون دچار حالت‌های خیلی بد هیستریا، چندش، عق زدن‌های متعدد و اینا شده بوده و در واقع همون ریشه رو توضیح. در ادامه دیوید باس یه اصطلاح کلیدی دیگر رو مطرح می‌کنه. پس یه سوشال سکشوالتی گپ رو ما داریم. اصلا مفهوم سوشال سکشوالتی به عنوان یه مفهوم کلیدی نگاه کنیم. دومیش چیه؟ دومیش sexual conflict coevolution، تکامل همزمان جدال جنسی. این چی میگه؟ باس معتقده که 1.3 میلیارد سال قدمت داره. یعنی اینی که شما میگی مثلا چی میشه تو جامعه همیشه کشمکش هست، حقوق زنان در مقابل حقوق آقایون، مرد سالاری در مقابل فمینیسم، در مقابل مادر سالاری، زن سالاری، نمیدونم تلاش آقایون برای کنترل خانم ها، تلاش خانم ها برای جلوگیری از کنترل آقایون. یعنی به نظر میاد یک چالش داریم، یک کانفلیکت داریم، یک مناقشه داریم. این یه پدیده معاصر نیست و دیوید باس اعتقاد داره 1.3 میلیارد سال قدمت داره. اینجا یه ذره بدبینانه میشه ها، ولی معنیش اینه، معنی خودمونش اینه. اونایی که در آرزویی دارن که میگن یه زمانی این رقابت ها از بین بره
جامعه به صلح و صفا برسه، میگه امکان نداره. این یه چیز بنیادی، اصلا یه جور کج ساخته شده. زیست شناسی اینو اینجوری ساختتش. مثل داستانی هست که در واقع ریاضیدانان از خیلی عهد عتیق بهش میگفتن تربیع دایره. یعنی آیا میتونیم یه دونه مربعی بسازیم که دقیقاً مساحت یه دایره رو داشته باشه؟ میگن امکان نداره. برای همینه که عدد پی تا اعشار بی‌نهایت میره. شما نمیتونی دقیقاً یک مربعی داشته باشی که مساحتش دقیقاً برابر یه دایره باشه. یعنی قوس عملا قابل تبدیل شدن به دایره نیست. اینجوری من فهمیدم، ولی شاید هم بد فهمیده باشم، ولی این خیلی مسئله قدیمی است. تربیع دایره آیا امکان پذیره یا نه؟ ولی میدونید که مثلا اعدادی مثل رادیکال 2 اعداد رادیکال 3 تمومی ندارن، عدد پی تمامی نداره، برای همینه که اینا هیچ وقت نمیتونی درستش کنی. اونم معتقده این کانفلیکت رو نمیتونی حلش کنی، اصلا اینجوری ساخته شده که توش باید جدال، مناقشه و دعوا باشه. حالا میتونه ملایم‌تر باشه، انسانی‌تر باشه، ولی قابل این نیست که به قول چیز مرزی طرفین نداره. نمیتونی بگی طرفین بتونن به یه حالتی برسن که هر دو بگن در ماکسیموم. یعنی باز میگم یه ذره بدبینانه است، یعنی اینجور نیست که برد بشه، باید یه جای کار همیشه یه ایرادی خواهد داشت. حالا نقد داریم به اینا، ولی باز بحثش رو شروع میکنه. برای اینکه اون تاریخ 1.3 میلیارد رو بگه، بعضی مثالایی رو میزنیم، مثالا رو هم بدونید قشنگه، همینجور برای ذهن آدم کنجکاوی آدم رو ارضا میکنه. از عنکبوت نام میبره به نام پی ساورا میرابیلیس. پیساورا میرابیلیس میگه این داستانی که شما توی در واقع الان میبینید طنزم شده، طنز تلخ هست توی جامعه راجع به نمیدونم این فریبکاری‌های متقابل جنسه ها اینا، میگه نگاه کن تو این عنکبوت وجود داره. چه جوری؟ میگه این عنکبوت داستانش اینه: عنکبوت ماده حاضر به رابطه جنسی است در صورتی که از عنکبوت نر هدیه دریافت کنه. عنکبوت نرم میره یک غذای خوشمزه رو آماده میکنه، منتها میپیچتش توی یک کادو، یعنی دورش رو تار میتنه. و بعد خیلی جالبه، میگه خیلی مواقع عنکبوت نر تقلب میکنه، یه سنگ گذاشته اون تو، کاغذ کرده و هدیه میده و بعد مشغول رابطه جنسی میشه. وسط کار ماده اونو باز میکنه، میبینه کادو تقلبی بوده، اونجا عصبانی میشه، عنکبوت نر رو گاز میگیره و با لگد پرتش میکنه اون طرف. یا بعضی مواقع اون ورش هست، کادو رو میگیره، اون خوراکی رو میخوره، فرار میکنه. برای همین عنکبوت نر میگه پاشو میندازه، قلاب میکنه به پای عنکبوت ماده که کادو رو باز کردی، بعدش باید رابطه جنسی باشه. اگر بخوای در بری نمیدونم کادو رو پس میگیره. یعنی اصلا خیلی چیزای عجیب غریب شما میبینی که اینا سر این مسئله اینقدر دعوا دارن. اون هدیهش رو میاره، هدیهش بعضی موقع باز میکنه خوشش نمیاد، احساس میکنه این چی آوردی، مثلا ارزش من خیلی بیشتر از ایناست، رفتم مثلا یه تیکه کله مورچه برای من ارزش کادو کرده آورده، رضایت نمیده. در مقابل اگر مثلا گوشت لذیذی باشه وارد رضایت میشه. یا مثلا تو همین عنکبوت دیگر رو مثال میزنه، گلنوپسیس آپترا. این حالا تو همین گیر و ویر معاشقه و پیدا کردن آیین همسریابی یه لحظه یه نیش میزنه بهش و این نیش فلج کننده است، یه سم فلج کننده داره و ماده رو فلج میکنه. میگه این خیلی شبیه همین حالتیه که شما میبینی در واقع ریپ دراگ داریم، روفینول، فلونیترازپام، مثلا میگن اینایی که تعرض کنندگان جنسی هستن یواشکی در نوشیدنی، در آب میوه مثلا یه دارویی میریزن، طرف گیج میشه، خوابه و بعد نمیفهمه چی شد. یه نگاه کن 1 میلیارد سال عنکبوتا دارن این کلکو به هم دیگه میزنن. پس مفهومی رو مطرح میکنه به نام تکامل توأم و همزمان مناقشه جنسی، sexual conflict coevolution. و به همین دلیل میگه اصلا اینجوری ساخته شده که یک رقابت ازلی، یک مناقشه ازلی و ابدی در این قضیه وجود داره. و به همین دلیل شما شواهدش رو در همون شکاف سوشیو سکشوالیتی میبینید. حالا پیشتر ممکنه شما بگین که خب پس مگه چیز دیگه چیه؟ خب آره، مثلا مخالفین دیوید باس اینو میگن نه خیر، این شکاف محصول جامعه مرد سالار، محصول جامعه است که قدرت و آزادی رو به آقایون داده، در نتیجه اونها اینجوری بار اومدن. خیلی مسئولیت پذیر تو رابطه ممکنه نباشن یا کمتر مسئولیت پذیر باشن، سوشیال سکشوالیتی میره بالا و اگر شما فرض کن بیای مثلا حاکمیت دست خانم ها باشه، مادر سالاری باشه، این دوتا با هم برابر میشن. ولی یه میگه نه، این ازلیه و تو دی ان ای همه حک شده. یادتون هست که کتابی رو معرفی کردم که در واقع چرا مردها
در واقع چرا مردهای بد رو بررسی کرده بود که اشارهش این بود که این اصلا در دی ان ای مردها حک شده، حالا به صورت استعاره گونه. باز میاد شواهد بیشتری رو ارائه میده. این شواهد هم قشنگه. مثلا میاد به سایت تیندر نگاه میکنه، سایت دوستیابی، حالا پیدا کردن شریک و برای دیتینگ و ایناست، و اشاره که میکنه میگه که بازار یافتن جفت، همسر یا شریک به شدت غیر قانونی است. اینجوری نیست که یه سری خانم هستن یه سری آقا هستن و بعد اینا وارد یک معاملاتی میشن. نه میگه اصلا سوگیری، محتوا، همه چیش کج و کول است، یعنی اسکیوده. و به همین دلیل شما نباید فکر کنید که این مشکلاتی که وجود داره فقط تقصیر نفر سومه، مثلا حالا چه جامعه سرمایه‌داری، چه کشورهای اقتدارگرا که کنترلگر هستن. میگه اصلا این تو ذات افراد هست. مثالایی که میزنه ایناست. مثلا اولا افرادی که تو این سایت‌ها شرکت میکنن کاملا نابرابرن، یعنی غلبه غالب با آقایون هست. بعد اون مثال جالب‌تری رو که میزنه، مثلا میگه اگر شما یک پست اوریج، یک پست میانگین بذاری، یعنی یه فرد میانگین باشه، تقریبا اگر خانم باشه 60% آقایون احتمالاً لایکش میکنن. یعنی یه خانم میانگین مورد توجه 60% آقایون قرار، ولی یک آقای میانگین فقط مورد توجه 5% آقایون. یعنی همون انتخابی بودن و سختگیر بودنه. یعنی به عبارت دیگر میگه آقایون استانداردهاشون در این جور سایت ها خیلی پایینه، یعنی هرچی باشه رو تقریبا لایک میکنن، بهش پیام میدن، یعنی کاری ندارن که نمیدونم آیا مشخصاتش به این میخوره نمیخوره، سنش میخوره نمیخوره، اون ظاهرش دوست داشتن، یعنی هرچی بود، خودمونی بگیم، یعنی هرچی بود قبوله. ولی آقایون 5 هست. و به همین دلیله که این برام در نظر بگیرید حدود 95% توی به طور اگه شما میانگین باشید، میانگین یک آقای میانگین باشید، 95% خانم ها به شما علاقه ای نخواهند داشت. این ادعای سایت های آینیابی، حالا حضوری یه چیز دیگه است. و به همین دلیل باز یه مفهوم جالب دیگر رو مطرح میکنه به نام اینسل. اینسل ها رو من حالا در ادامه بیشتر صحبت خواهم کنم. اینسل یعنی involuntary celibate، یعنی آقایونی که ناخواسته هیچ دوست، شریک جنسی یا همسر ندارن. و دلیلش هم اینه که میگه والا نمیدونم، هیچکی به ما توجه نمیکنه، هیچکی ما رو قبول نداره، چون منابع نداریم، نه شغل خیلی مهم داریم، نه هیکل خیلی خوب داریم، نه پول داریم، نه معروفیم، در نتیجه میمونن. در صورتی که اینسل بودن تو خانم ها خیلی کمتر اتفاق میفته. پس اینم یه سوالیه. و اون اینسل ها رو حالا شما دست کم نگیرید، دیدن یک تاثیر عجیبی تو روابط اجتماعی دارن. یعنی آقایونی که حس میکنن اگر وارد یک جامعه باز بشیم بازنده خواهیم. بسیار که عالی. این جامعه نگه دارید آقا. حالا بیایم مصادیق این رو بررسی بکنیم. این هایی که به طور ناخواسته مورد توجه هیچ پارتنر جنسی قرار نمیگیرن، ولی اینها تأثیرات عمیقی بر جامعه دارند. خب بذارید برای این مصادیق رو بیاریم، همینطوری بررسی بکنیم. این آدم‌ها برای مردهایی که 95% مورد انتخاب زنها واقع نمیشن و برای زنهایی که 95% مورد انتخاب مردها واقع میشن، احیانا رقابت از لحاظ جنسی برای مرد وحشتناکه. یک مرد معمولی اصلا مورد توجه نیست. باید هم خیلی شهرت داشته باشی، هم خیلی منابع در اختیارت باشه تا بتونی جلب توجه زنها رو به خودت داشته باشی. خب تو برای کمبود و برای جبران این کمبود چه کار میکنی؟ دایره رو محدود میکنی تا تو هم دستت به سکس برسه. خب حالا برای اینکه اینو بفهمیم، طرف در یک کشوری زندگی میکنه که اسمشو گذاشتن ایران، با یک زبانی داره صحبت میکنه بهش میگن فارسی، با یک فرهنگی داره صحبت میکنه که فرهنگ غالب حاکمیته، هژمونی فرهنگیش و خیلی چیز دیگه.
طرف توان جذب یک دختر پایتختی رو نداره. چرا؟ چون منابع نداره، چون شهرت نداره، چون تسلط به زبان فارسی نداره، چون رفتارهای مناسب فلان نداره. چه کار میکنه؟ این ضعف خودش رو سعی میکنه لاپوشانی بکنه تحت نامی که بلوچ بوده، که خیلی چیز خوبیه. من میمیرم برای شلوار بلوچ. شلوار بلوچ یعنی تمدن 20,000 ساله. مثل خشتک تنبان کردی، خیلی خشتک قشنگی داره. من این خشتکم پام نکنم نشان نمیدم که دیاکو هم که 5,000 سال تاریخ دارم. این داره دروغ میگه. این نمیتونه در یه بازار بزرگتر حضور پیدا بکنه. این در رقابت له میشه. من واقعا دختران کرد زیباترین زنهای جهانم دارم. داره دروغ میگه. داره دروغ میگه. توان جذب یک دختر غیر کرد اتنیکی رو نداره. دارم چشاش کور میشه برای یکی. خب حالا این در نظر داشته باشید وقتی ملاک دانایی میشه مدرک PhD، تو دانشگاه پیام نور علی‌آباد کتول میسازی با دانشگاه پیام نور دیواندره عین چه میدونم جوجه کشی داره مدرک دکترا میریزه بیرون. دیگه تو استعداد، خلاقیت، ریسرچر بودن، دانشمند بودن ملاک کارت نیست. یه مدرک دکترا، همه دکترا. اینجا رقابت خیلی سخت میشه. خیلی سخت میشه. طرف هست از تو بچه زرنگتر 6 تا دکترا تو جیبشه. مثلا یه پدر سوخته ای هست اسمش چیه 4,000 تا کتاب نوشته، اسمش یادم رفت. از اون خانواده‌های مشهورن، اونایی که این که متون دستنویس دینی رو چاپ میکنن، اهل تیکابن. اسمشون کیه؟ بورکی کیه؟ بورکی صدیق بوری. صدیق بورکی یه برادرزاده داره، جوانکیه، 6-7 تا دکترا داره، 5,000 جلد کتاب نوشته تا حالا. 5,000 جلد کتاب و مقاله و ادعا میکنه همچی چیزی داره. یعنی که باید 400-500 سال عمرش باشه طرف. بگذریم. ببینید طرف چرا میاد خودش رو محدود میکنه مصطفی هجری به منطقه کردستان؟ به خاطر اینکه مصطفی هجری نمیتونه تو تهران به عنوان یه رجل سیاسی خودشه نشون بده. نمیتونه. در رقابت لهش میکنن. نمیتونه این رقابت رو بکنن. لذا کرد بازی در میاره. حالا ساختار ایران هیچ وقت نمیتونه یک ساختار پرورال بشه. نمیتونه. به خاطر تمام کسانی که در یه پایگاهی قرار گرفتن، چه اقتصادی، چه اجتماعی، چه سیاسی، با رانت به اینجا رسیدن. در یه فضای باز تمام اینها رو میشه اینا یه مزخرفن. حالا مثال بزنم خدمتتون. همین آقای رنانی یه پیام میده بابت اینکه مهاجرت نکنید، مام میهن را مثل اینکه مادرتون دچار سرطان شده به جا نذارید، نرید. سروش پاسخ این رو میده. البته یه جایی میگه که شما اینجا جز هیئت علمی هستی، استاد دانشگاه هستی، میری اروپا، در مقابل غول‌های اروپایی چیزی برای گفتن نداری، هیچ شغلی نصیبت نمیشه. خب توجه داشته باشید. این ایران بازی که طرف داره میکنه به عنوان استاد دانشگاه، من نگرانم و دلشوره دارم و وا ایرانمون از بین داره میره، به خاطر اینکه یک استعداد واقعی پیدا بشه. این آقا دیگه جزء هیئت علمی دانشگاه تهران نیست. ثابت میشه این یه پخمه دوزاری نفهمه که هیچی بارش نیست، مثل صادق زیبا کلام، مثل بیژن عبدالکریمی، مثل تمام این پخمه هایی که به عنوان اساتید
دانشگاه‌های ایرانن، یکی فوکویی، یکی دریدایی. فوکویی و این جزء هیئت علمی دانشگاه ایرانه. اینا هنوز بر نخوردن به یه آدم، یعنی فضا رو نمیذارن باز بکنن تا یه آدم مستعد صاحب استعداد اینها رو در هم بکوبه. اینا باید انحصار کنن، قرق کنن، فضا رو ببندن، تمام تریبون ها در اختیار اینها باشه و اینها تعیین بکنن کی کجا در مورد چه چیز میخوان صحبت بکنن. این کیان؟ اینا همون اینسل ها هستن. مردی که نمیتونه دستش به سکس برسه چه کار میکنه؟ دایره رو هی تنگتر میکنه تا بتونه بالاخره دستش به سکس نرمال، به زنی برسه. حالا با خریدن 4 تا علنگو و پاپس کشیدن عمه و خاله و عمو و زور قبیله عشیره‌ای و چه میدونم یه عده آدم بتونه یه دختری رو بیاره و باش برقراری رابطه جنسی بکنه. آقا متوجه شدید این فضا رو؟ میخواید مثالهای مختلفی براتون بیارم. ناصر رزازی اگر میتوانست به زبان فارسی ترانه بخواند حتما به فارسی میخوند، اما چون لهجه داره، صدای خوبی هم برای فارسی نداره، میاد برای من و شما میشه نماینده خواننده کردباز. ببینید هیمن موکریانی میگه که کار عباسی برید شعر به فارسی بگید. فارسا نظامی گنجه‌ای دارند، عمر خیام دارند، مولوی دارند، قولهایی دارن که اصلا تو نمیتونی در مقابل اینها بیستی. لذا بیاید کردی شعر بگید. این ببین خیانت ها، مثل این که مثلا یه ایرانی روسی بلد باشه بعد بگی من نمیتونم با پوشکین رقابت بکنم ولی میتونم به زبان فارسی بشم شاعر خوب فارس ها. و تو شاعر خوبی نیستی، استعداد نداری، فقط هرچه دایره رو برات محدودتر بکنن به نفع تو تموم میشه. تو دهکده خودتون عاقل دهی، کد خدا دهی. تو نمیتونی در یه محیط باز قرار بگیری تا مورد رقابت واقع بشی. ساختار ایران هیچ وقت نمیتونه یه ساختار باز باشه، خیالتون راحت باشه. یه ساختار بسته است با حلقه های دستچین شده رانت داده شده ای که هیچ تازه واردی رو بهش اجازه ورود نمیدن، چون به محض ورود یک تازه وارد بنیان همشون مثل دامینو فرو میریزه. البته من سعی کردم یک سری مثال ها رو به خاطر شرایط جسمی که دارم سریع بگم و روشون توضیحات زیادی ندم. این حرفی که آقای ساما میزنه همینه. شما هی خودتو کوچیک میکنی چون توان رقابت در بازار بزرگتر رو نداری. ایرانی ها توان رقابت در هیچ بازاری رو ندارن. ببین یه ایرانی زمانی فارسی میخونه که نمیتونه انگلیسی بخونه، چون هیچ اقبالی در خواندن به انگلیسی نداره. اگه میداشت مطمئن باشید هیچ وقت به فارسی نمیخواند و میرفت سراغ یه مارکت بزرگتر. اما چون نداره مجبوره بگه زبان پارسی شیرین ترین زبان دنیاست، چون تسلط به هیچ زبانی نداره و هر زبانی که داره حرف میزنه لهجه مزخرف داره که خیلی زشت میکنه اون زبان رو. یه لهجه مزخرف داره کاملا مثل انگلیسی حامد اسماعیلی اون روز در بروکسل داشت انگلیسی صحبت میکرد. د ایرانیان رژیم خیلی چیز مزخرفیه، تو با این هیچ اقبالی نداری. لذا مجبوری چی بشی؟ تبدیل بشی به یه وطن پرست، یا بری یه سری مشاغل بگیری. خب دندان پزشک همه جا دندان پزشک، پزشک همه جا پزشک، مکانیک همه جا مکانیکه. متوجه شدیم؟ خیلی از این توجیهاتی که میارند برای سرپوش گذاشتن بر اون رانتیه که میخوام. مثال بزنم خدمتتون. شما جدا با یه پدیده روبرو هستی به نام روشنفکر دینی. مثل کی؟ مثل عبدالعلی بازرگان، مثل مهدی بازرگان، مثل کدیور، مثل اشکبری، مثل مهدی خلجی، مثل دکتر سروش، مثل مصطفی ملکیان. اینا میگن ما روشنفکر دینی هستیم. اوکی. تفاوتشون با یک ملای فقیه مثل آیت الله همدانی در چیه؟ تفاوتشون کجاست؟
تفاوتشون اینه که ملای همدانی میگه که اینجوری که من میگم باید زندگی بکنی، رفتار بکنی. سروش میگه که اینجوری که من میگم رفتار نکن. ببخشید، او میگه که فقط باید اینجوری که من میگم رفتار بکنی. سروش میگه اینجوری ها رفتار نکن. خب دایره انتخاب سروش و ملکیان و عبدالعلی بازرگان بسیار بیشتره، اما باز اینجا یه داستان وجود داره. چه چیز وجود داره؟ اینی که شما الان دارین میبینی کلاب برقرار میکنن و چی بهش میگن، از این کلمه عربیش یادم نمیاد، از این سوالی که از این مراجع تقلید میکنن در مورد حجاب. آقا حجاب شرعیه یا شرعی نیست؟ پاسخ: روشنفکرین دینی میگن حجاب شرعی نیست. اشتراک این داستان کجاست؟ در شرع و اسلام و شیعه است. ببینید امثال این روشنفکرای دینی میخوان بگن که تمام امور این جامعه از کانال دین و شیعه گری میگذره. شما ماها رو میخواید تا ما یه تعبیر دیگری از شیعه براتون بکنیم. اینجا شیعه گری و شرع شیعه است که حاکمه و میزانه. او داره میگه که شرع شیعه اینه میگه، من میگم نه شرع شیعه اینه نمیگه و من چون توانش رو دارم این وزن رو دارم، حالا قدرت از آن من باشه. متوجه شدید؟ او باید بیاد همه ما رو بکنه شیعه و بگه که شیعه خیلی زور داره و اتفاقا شرع خیلی مهمه و ما میخوایم همگی شرعن و عرفن رفتار کنیم. حالا یکی رو میخوایم که بیاد یه تعبیر دیگه از شرع بکنه، اون کس اونان. اینجاست که مولانا بازی و عارف بازی و وای سخنان پارسی و اینا الان میشه نوندونی آقای سروش و مصطفی ملکیان و اینا نوندونیه براشون. اینا رو بگیری پرت کنی توی کشور دیگری در این امورات صحبت نکنن، نون ندارن بخورن، نمیتونن رقابت بکنن. در بهترین حالت سروش به عنوان یک اسلام شناس باید بیاد در مورد تشیع و تسنن حرف بزنه، وگرنه در هیچ دانشگاهی هیچ سمیناری براش برقرار نمیکنن بیاد در مورد معضلات بشری حرف بزنه. چیزی برای گفتن نداره. لازم میشه شارح مولانا. خیلی مولانا آدم بزرگیه. خیلی. چرا؟ چون مولانا آدم بزرگی نیست. سروش داره از مولانا ارتزاق میکنه. متوجه شدیم آقا؟ اوکی. سیاسی شدنم کاری نداره که، دکونه. برو بگو من یه اساسنامه پیزوری هم یالا بشین کپی پیست کن بزن حزب سوسیالیست فرانسه، اساسنامه حزب سوسیالیست فرانسه، بزن حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان، بزن حزب چه میدونم سبز مثلا شیلی، اساسنامه اینا رو بیار کپی پیست کن، ترکیب کن، اسم خودتو بذار حزب زبان برگردانان ایران، اینم اساسنامته. دیگه نه استعداد میخواد، نه میخواد رجل سیاسی باشی، نه مبارزه کرده باشی، نه مفهومیزه کردن آزادی رو انجام داده باشی، نه ایده آورده باشی، نه گزارشی از جامعت بدی. خب میری یه سری منابع هم میاری، یه دفتر کار درست میکنی، یه بودجه در اختیار داری، 4 تا حرف مفتم میزنی، میگی میرم از این مردم رأی میگیرم. به مردم هم میگی شما یه مشت رأی دهنده هستید، به من شخصیت میدید، بیاد به من رأی بدید. ثمرش میشه، خروجیش میشه مثل امثال آقای سامان. اینطوری فکر میکنه. سیاسی اینه، مبارزم اینه، رهبرم اینه. چرا؟ چون شده تولید انبوه دیگه. اینجا یک شخصی که خودش رو برجسته میکنه، میاد زحمت میکشه، متن میاره، یه تغییر بنیادین ایجاد میکنه، یه زلزله درست میکنه. این اصلا مهم نیست که میشی مصطفی هجری، 4 تا نماینده داری، مردمم دور و براتن، یه دیگ آشم بالا میذاری، میری رای گیری میکنی و مصطفی هجری هم میگه که شلوار کردی خیلی خشتک قشنگی داره، خیلی خشتک قشنگی داره. چرا؟ به خاطر اینکه اگه واقعا میدان رو رها بکنن برای مبارزه واقعی، اینا دیگه نمودی ندارن. لذا شما دارید میبینید
اینها حلقه رو تنگ میکنن، میشه توتالیتاریسم الیتی. یه مشت احمق برای همدیگه تایید میکنه. الان یک سکس لو رفته، یک خانم خودلخت کرده، هنرپیشه، یک زن مرده، یک منتظر السلطنه بابا فراری برا ما شدن سران مردم ایران. با یه توپ لگد کن اومدن گفتن عبدالله محتدی ما به تو مشروعیت میدیم یا حرف بزن. این شده محل نزاع. مصطفی هجری یک سکس لو رفته، یک هنرپیشه لخت شده، یک چه میدونم هنرپیشه در پیت، یک منتظر السلطنه بابا فراری دعوتش نکردن. لذا مصطفی هجری میگه که این بازار به درد ما نمیخوره. نه، ما فدرال بازیم، قوم بازیم و فدرال خودمون میخوایم. امیدوارم تونسته باشم حرفامو بزنم با این شرایط بدی که داشتم. ممنون جناب حیدری، زحمت کشیدید. کاملا درسته. تمام مثال هایی که شما زدید راجع به اون بحثی که دیوید باس میکنن از اون اینسل ها که میگه اونجاش خیلی مهمه، میگه این افراد اینسل ها به هیچ عنوان وارد فضای باز نمیشن و به شدت مخالف تغییراتن. به شدت مخالف تغییراتن. کاملا درسته. اینایی که حالا شما در فضای سیاسی بخوای بیای قیاس بکنی، یکی مثل مصطفی هجری یا عبدالله مهتدی به خاطر شرایطی که دارن در حال حاضر دقیقا همونطور رفتار میکنن، وارد فضای باز نمیشن و به شدت مخالف تغییراتن. مصطفی هجری 60 سال 70 سال بیشتر 70 سال عمرشه، پیر شده. عبدالله مهتدی یا بیشتر کسان دیگه، حالا میخوام مثال بیارم اسم مثلا مصطفی هجری رو میارم، ایشون نه از لحاظ فیزیکی هیکل خوبی دارن، نه قدرت بدنی خوبی دارن، نه هوش و ذکاوت و سواد خوبی دارن، نه به چند زبان مختلف مسلط هستن. دقیقا درسته. در این فضا اگه تنگ نکنه، دایره رو محدود نکنه و اون چیزی که حالا یه تریبون حزبیه، یک مشروعیت از یک مدیر حزبه که گرفته باعث میشه بهش تریبون بدن و این قدرتی رو که داره بخواد حفظ بکنه، دقیقا باید همین کار رو بکنه. ایشون هیچ وقت نمیتونه و نمیخواد در مصاف شخصی مثل جناب حیدری به عنوان رهبر آخذ قرار بگیره، بخواد مناظره بکنه، بخواد بحث بکنه. هیچ وقت این کارو نمیگه، چون تمام کردیتش رو از دست میده. چون اون موقع ثابت میشه مصطفی هجری هیچی بلد نیست، سواد نداره، هیچی حالیش نیست، یه آدم چه میدونم دروغگو، حرفایی هم که داره میزنه داره سر مردم رو گول میماله. عبدالله مهتدی هم همینطور، علی خامنه ای هم همینطور. یک استاد دانشگاه، یه حاکمیتی که این محدودیت و این دایره تنگ باعث شده ایشون دستش به همچین جاهایی و همچین تایتل هایی برسه. همینطور جناب حیدری مثلا از شخصی مثل زیبا کلام و کسای دیگه مثال آوردن. این درسته. دقیقا اینا اگه توان رقابت در یک بازار گسترده تر و وسیع تر رو داشتن، هیچ وقت خودشون رو در حیطه قومی اتنیکی محدود نمی کردن. زبان بازی و لباس بازی و مطالبه بازی. الان آقای سامان فکر کنم شما به پاسخ اون سوالی که الان اینجا کردید، فکر کنم به پاسختون رسیدید. در حیطه رقابت کردن مشخصا که شما سوال کردید. ببینید در همین فضا شما بارها دیدید، ما بارها اینو اشاره کردیم، گفتیم اینایی که در این فضای سیاسی کردی دم از کرد بازی و اینا میزنن، هیچ وقت در روم های ما قرار نمیگیرن. نمیخوان پرشون به پر یاران آخذ بخوره. نمیخوان. طرف به عنوان یک پی‌اچ‌دی دار، به عنوان یک استاد دانشگاه رفته در درون ساختار حزب دموکرات با هزار تا چاپلوسی و اینا یه
جایگاهی واسه خودش دست و پا کرده، هیچ وقت نمیخواد در مصاف منی که یک جوان هستم و ایشون حداقل 50-60 سال عمرشه، به انتظار اینکه زمانی این حزب دموکرات بیاد در چه میدونم ساختار دولت ایران شرکت بکنه، یک جایگاهی به دست بیاره و ایشون صاحب یک رانت و جایگاهی بشه. تمام سالهای عمرش ایشون انتظار کشیده، به امید این نشسته، چاپلوسی کرده، هیچ وقت نمیاد به پرشو به پر من یا آدم مثلا ناشناخته بدون تایتل و عنوان بخوره در یک فضای باز، من ثابت بکنم که ایشون یه آدم بی سوادیه، هیچی رو در چنته نداره. صادق زیبا کلام هم همینطور. تمام اون کسایی که شما بخوای به عنوان متفکر و تحلیلگر و متخصص و چه میدونم روشن فکر آیا و آکو کاملا درسته. ببینید شما تا حالا یه محقق ایرانی دیدید بره در یک مقوله اجتماعی که ربطی به جامعه بشریت پیدا میکنه مثلا یه تحقیق بکنه در مورد جامعه ایران که این تحقیقش شامل جهان هم بشه؟ الا که طرف میره در حوزه تاریخ، کوروش، هخامنشی، تاریخ مشروطه ایران یه سری ترهات مینویسه، میاد تحویل میده، هیچ جایی به درد نمیخوره، فقط در این جغرافیا به درد میخوره که این داره ازش نون میخوره. درسته؟ شما تا حالا یه چهره یک نفر با یک گلم بهار نمیاد ها، باید صدها چهره نشون میدادی. حالا شما یک چهره ایرانی به من نشون بده یه توفیق داشته در اضافه کردن یک چیزی به یکی از این علوم در دنیای امروز. این همه دکترا و پروفسور و چه میدونم اکادمیسین دارن، یکی رو معرفی کن. موجود نیست جناب حیدری. من بارها دیدم این تلویزیون های بی بی سی و اینا، وایس آف آمریکا، میان یه سری کسانی رو به عنوان متخصص، تحلیلگر، چه میدونم روشن فکر میارن که ادعا میکنن که اینا استاد فلان دانشگاه در مثلا فلان کشور اروپایی آمریکاییه، ولی ما از این شخص به عنوان یک استاد دانشگاه یک مقاله یا هیچی در حوزه تحقیقات از این شخص ندیدیم، چون ایشون به قول همون آقای رنایی که شما مثال آوردی نمیتونه در اون بازار مثلا متفکران اروپایی، مثلا متفکران لیبرال یا متفکران مثلا مارکسیست، حالا در هر حیطه‌ای مثال میاره، ایشون نمیتونن با این غولایی که در اروپا یا آمریکا موجوده در بیفته. نیست. دقیقاً درست میفرمایید شما جناب حیدری. اینا هیچ نه مقاله‌ای دارن در این سطح، فقط با در حیطه ایران و به زبان فارسی ایشون میتونن غول باشن، ایشون میتونن حرفی واسه گفتن داشته باشن. همین مثلا مارکسیست های ایرانی رو شما بیارید، طرف نمیتونه مثلا در حد مکتب فرانکفورت بیاد وارد بشه، نمیتونه هیچ وقت. میاد با مثلا زبان فارسی و یه میدونی سری چیه مسائل. علی جناب، واقعیتش هم بر مایکم زدم میترسم بس یادم بره. واقعیتش همینه، یعنی این چیزی که شما میگونی آیه هیدری میگه، الان وقتی که من میام با شما دارم بحث میکنم، شاید با هر کسی دیگه این بحث رو انجام ندم و نبینم و مهم نباشه با هر کسی که بخوام در مورد یک موضوعی یا یک چیز خاصی حرف بزنم. هرچند که دوستان توی کامنت گفتن که من همیشه بحث رو به یک جای دیگر رو میرسونم، اما نه، واقعیتش من وقتی که میام راجع به یک موضوعی حرف میزنم هدف دارم تو این موضوع، خوب یا بد. متاسفانه عوام مردم ایران که شما حساب میکنید همه آدم‌های اینجوری نیستن، آدم‌های نرمالی هستند که سطح سواد و آگاهی آنچنانی نسبت به تاریخ، هویت، شرایط روانشناختی و همه شرایط زندگی که الان هم دارن راجع به اون چیزی نمیدونن و این شما خیلی کار سختیه. الان شما مردم ایران رو نگاه میکنی که مثلا چند تا شبکه من و تو و ایران اینترنشنال که اومدن توی خارج با همه افکار و عقایدی که آدم اینجا باید تغییر بکنه، بازم میان دنبال سلطنتی رو میگیرن که چند سال قبل اونو دک کردن و اون از ایران رفته و این به اصطلاح روشنفکران جامعه هستن. اونایی دیگه که داخل ایرانن
بازم با همین مثال که اونها هم همه آسمیله شدن، از کردا بگیر، از خیلی کسای دیگه، و شما بخوای خیلی بار سنگینیه بخوای راجع به این موضوعات با مردم حرف بزنی. یعنی از ساده ترین روش تو باید استفاده بکنی، به خاطر اینکه مردم متقاعد بکنی که اون هدفت چیه، واقعا میخوای چی کار بکنی. و این هدفت که میخوای چی کار بکنی میتونه اون آقای مصطفی هجری باشه که یک نماینده باشه، یا یک بازگو کننده باشه، یا یک هر چیز دیگه ای. اما اون هدف اساسیه اینه که میخواد حزب دموکرات یک سیستم فدرال باشه مثل همه دنیا، و این فدرالی هم بازم شاید قدرت این رو نداشته باشن که این فدرالی توی چی حیطه‌ای باشه. انواع اقسام فدرالی هست، اما مهم اینه که شما مسئولیت سختی رو بر عهده داری که بخوای این بار سنگین رو، این درک. الان من میام با شما راجع به یک موضوعی بحث میکنم، مطمئنا شما یک مثالی دارید که به من ارائه بکنید که آیا این اینجوریه. شاید باز نظر شما موافق نباشه، اما یه جرقه‌ای توی ذهن من ایجاد میشه که اگر شما این کسایی که به من معرفی میکنید یا این فکتایی که برای من میارید اینا چیزایی باشن که من بتونم بعداً برای خودم راجبش تحقیق بکنم و بخوام چیزی برای گفتن داشته باشم بیشتر. اما اون واقعا شما از حزبای کردی با این شرایطی که دارن نمیتونی انتظار داشته باشی از نظر منطقی. اما از نظر اینکه بله اوکی، آیه حیدری میگه که من نه ببین با جناب بله سامان، عذر میخوام. ببین شما وقتی میگی حزب کردی، خب ما جدالمون سر همینه. ما الان سر مفهوم کرد تضاد داریم. حزب دموکرات ربطی به کرد نداره. خب ما اینو گفتیم، حزب دموکرات بیاد بگه من یک حزب لوکالی منطقه‌ای هستم، ما هیچ اصلا کاری به کارش نداریم، اونم میره در چارچوب دقیقا همین حرف رو هم همون. زده آیه علی جنابی. یعنی شما تمام نه خب حرفاش رو ایشون، بدونی، نه ایشون از رو مفهوم پسفند کرد ایرانش رو ایستاده. بدونی، ببین خب ایشون تمام باشه کردیتش توی رو از کرد اوکی. بودن میگیره، من وگرنه خیلی همونطور عذر که میخوام جناب آقای حیدری حجی. گفتن ایشون در حیطه ایرانی بودن توان رقابت نداره. حزب دموکرات مصطفی هجری هیچ وقت نمیتونه بره در مساف اپوزیسیون، مثلا مجاهدین خلق، نمیدونم چه، سر مسئله ببین اینا به فارسی میان حرف میزنن، خودشونو ایرانی میدونن، ولی همیشه مثل یک مهمون هست یه جای منتظر دستشو بگه، هیچ وقت توان اینو نداره آخه خودشو آیه علی صاحب جناب، به خونه فارسی بدونه حرف در حیطه زدن ایرانی دلیل بودن. بر این نیست که من فارس هستم یا اصلا کاری به بله. لهجه داشتن ندارم جناب سامان. حزب دموکرات مگه 70 ساله 40 ساله هر چی نمیگه خود مختاری دموکراسی برای ایران؟ چرا اینا نمیتونن صاحب ایران بشن؟ آقا حزبای منتسب به کرد در کردوار اشغال شده توسط عراق و مثال بیارم برات. این یکیتی و پارتی و بارزانی و اینا مگه عراقی نیستن؟ چرا نمیتونن هیچ وقت صاحب عراق باشن؟ آقا اینا نه از حیطه ایرانی بودن و عراقی بودنش میتونن ادعا بکنن، رقابت بکنن، صاحب خونه باشن، نه از حیطه در حیطه کرد بودنشون میتونن کرد رو تعریف بکنن، گزارش از خودشون به عنوان کرد بدن. اینا این وسط چی هن؟ خب در همون حیطه رقابتی که شما میگید، من الان میخوام توان اینو دارم مصطفی هجری با ساختارش رو له کنم، کلا نابودش کنم. مگه بحث رقابت مگه نیست؟ شما دو تا شرکت هم باشی رقابت بکنی، دقیقا همین کار رو میکنی در حیطه بیزنس. مثلا در حیطه سیاست هم همینطوره. من الان میخوام به خاطر اینکه قدرت سیاسی داشته باشم مجبورم عبدالله مهتدی، مصطفی هجری، پکاکا رو له کنم و این کارو میکنم. آخه میخوام مستقیما. پس آیه علی جناب، دقیقا حرفی که من مد نظرم همینه. هدف چیه شما حرف مد نظر شما چیه؟ آره، له کردن هدف اساسی من نیست. به عنوان کسی که مثلا حزب دموکرات رو دوست دارم و عقیده اون رو دوست خب دارم، هدف نیست من اون، خب من یک چیکار کنم نیست؟ شما پس من نیستی، خب شما خودتو جای، اوکی، پس شما یه این انسان عادی درون جامعه هستی، ببین واسه آقای اصلا قدرت آکو، برات مهم نیست. آقای آکو من عذر میخوام، ایشون هنوز نفهمیده دعوای مصطفی هجری و عبدالله مهتدی سر چی بوده. اجازه بدید نه اتفاقا آکام و من خانم بله حرف بزنن. اجازه بدید. بله مرسی. آقای آکام و خانم هانم تشریف آوردن. آقای آکام بفرمایید، شما قبلتر تشریف آوردید. سلام بر همتون، شبتون بخیر.
اگه حنا خانم میخواد حرفی بزنه بعد این آقا اگه حرفش تمام شد من آخرش حرف میزنم. مرسی. بله ممنون. خانم هانا بفرمایید، شما خوش اومدید. ممنونم آقای آکو، وقت همتون بخیر. اه، من بیشتر راجع به صحبت‌های آقای سامان خواستم به بحث ورود کنم، چون بار قبلی هم همین وضعیت پیش اومد. گمان ایشون در بیان چیزی که در نظر دارن یکم حالا یا کوتاهی میکنن خودشون یا خیلی حالا موفق. نه، اتفاقا این بار نه، اصلا این اتفاق نیفتاد، شکر خدا. امیدوارم. خب پس اینجوری اگر باشه بر من هم ساده تر خواهد بود صحبت کردن راجبش، چون با توجه به چیزی که سری دوم صحبتاتون بهش اشاره کردید، من رو تقریبا به این نتیجه رسوند که برداشت صحیحی از کلمات نمی کنید و باعث میشه که یک سری نتیجه گیری هایی رو بهش برسید که ناشی از معانی هست که خودتون تفسیر میکنید در واقع، یعنی نه از خود اون چیزی که موجوده بخواید استفاده کنید. در کامنت ها نوشته بودن که شما میایید سوال هایی میپرسید و بحث اتاق رو به یک سمت دیگری میبرید. بعد گفتید که نه اینطوری نیست، من هدف دارم که این سوال‌ها رو میپرسم. خب این دوتا دقیقا یکی میشه دیگه، یعنی چیز خارج از این چیزی که نوشته بودن نبود که مورد ناراحتی شما شده و ازش لایه میکنی. دقیقا چیزی که خودتون هم بهش معترفین، میایید به هر حال یک هدفی دارید، حالا هر هدفی که هست، و میخواید بحث رو به اون جایی ببرید که خودتون میخواید. این همونیه که حالا کسی که کامنت هم گذاشته بود بهش اشاره کرده بود. بعدتر مثال هایی رو که میارید اصلا دقیق نیست، یعنی یک جوری انگار یک مسئله در ذهنتون هست، به ذهنتون رسیده، ولی چیز پرداخته و پخته ای نیست که میایید مطرح میکنید. دلیل شاید خیلی از این بدفهمی ها و سوء تفاهم هایی هم که در بحث ایجاد میشه همینه. شما یه جایی دارید میگید که یعنی هنوز تعاریف مشخصی رو و مختصات حداقل مشخصی رو برای هیچ کدوم از المان‌ها و موردهایی که راجبش صحبت میکنید در ذهن ندارید. قیاس‌هایی رو میارید که اصلا مع الفارقن، یعنی قابل متناظر نیستن اصلا به هیچ صورتی با میتونید هم دیگه. مثال بزنید بله یکی الان یا عرض دو تا میکنم بعد؟ خدمت شما. دارید راجع به این صحبت میکنید که اولا اینا کسایی که میان به هر حال یک بازاری دارن، به عنوان یک بیزینس دارید بهش نگاه میکنید که هر کسی به هر حال مشتری خودش رو میخواد داشته باشه و طبیعتا خب این هم معقول هست که بخواد دیگران رو از این صحنه رقابت حذف کنه یا به هر حال بازار بیشتری رو برای خودش در اختیار داشته باشه. جایی که شما دارید فضای مبارزاتی رو در نظر میگیرید، اصلا یعنی این از نوادر جهانه که در سرزمین ما هم اتفاق میفته. مثل خیلی از تناقضات دیگری که موجود هست، مثلا روشنفکر دینی دارید، جمهوری اسلامی دارید و این در واقع ترکیب های پارادوکسیکالی که به وجود هم میاد دیگه، هم میپذیرنش به نحوی و خیلی چیزهای دیگری اینجوری. شما در شرایطی که هنوز سرزمین و دولت، یعنی سرزمین که حالا به صورت کلی موجود هست ولی دولتی مستقر ندارید، حزب دارید مثلا. بعد شما دارید این حزب‌ها رو با شرایط تحزب مثلا احیانا انگلستان مقایسه میکنید که لیبر با کانزرواتیو میان اینا با هم در رقابت قرار میگیرن که کی سهم بیشتری بگیره، کی بخواد طرف مقابل رو حذف کنه، صداهای دیگه نباشه، بیشتر کرسی‌های بیشتری رو داشته باشه در پارلمان و چیزهای اینطوری. در صورتی که شما دارید راجع به یک فضایی صحبت میکنید که فضای مبارزه هویتیه که اصلا درش حزب اصلا معنایی نداره. حالا اینکه ما این همه حزب داریم مثلا خودش یه چیزیه که باید بره جدا پاتولوژی بشه. بعد میایید این رو قیاس میکنید، مثلا شما هر چی بذارید میخواید بگید که به هر حال مصطفی هجری هم نماینده یک عده‌ای هست. بله من هم میپذیرم میتونه نماینده یک عده‌ای باشه، شاید اصلا نماینده 10,000 نفر هم، من خیلی حالا دست بالا هم میگیرم. شما فرض کنید که اینطوری باشه، مگر ایشون اومده گفته من نماینده فقط حزب دموکراتم؟ شما در قالب صحبت‌هایی که آقایان میرن انجام میدن نماینده کردستان هستن، نماینده مردم کرد هستن. این خیلی فرق میکنه با این. یعنی شما اگر تعریف صحیحی از نماینده داشته باشید، آقای حیدری ازتون پرسیدن چه چیزی رو از شما مینمایاند، نماینده چه چیزیه، میگید قیاس میارید با حزب خران در واقع اقلیم کردستان. بعد مشخصاتشون معلومه،
طرف یعنی یک اصول چیزی رو بر خودش تعریف کرده، به جای سلام ارعر میکنه، به جای اینکه چه می‌دونم دست و چی میگن روبوسی بخوام بکنم با هم دیگه کله میزنن. یه داستانهایی رو دارن و هر حال یه چارچوب رو برای خودش مشخص کرده که بر اساس اونها تعریف میشه. شما بگید که این مشخصات در حزب دموکرات چیه، تفاوتش با حزب کمله با بقیه این حزب‌های دیگری که موجودن چیه، هر کدوم از اینا کجا رو دارن نمایندگی میکنن. شما بگید اگر میخواد نماینده باشه، نماینده یک عده‌ای باشه، بله، ولی اینکه شما نماینده هستید برای تمام مردم کردستان، شما کدام خواسته مردم رو داری الان بازنمایی میکنی؟ برای همین میگم قیاسایی که شما میارید اصلا مع الفارقه. ما در یک بعد میگید چرا شما نماینده هستید؟ اینجا کسی نگفته که نماینده کسیه، یعنی کسی به نمایندگی از کسی حضور پیدا نکرده، ساختار خانم هانا، حزبی این نداره. شما این چند نفری که هستن اونام میگن که ما نماینده ایران هستیم، کی میگه درسته؟ نماینده ایران؟ اون چند نفری که با هم دیگه توی این جلسه حضور داشتن و یک ائتلافی رو تشکیل دادن، اونا میگه ما مثلا نماینده ایران هستیم، در حالی که اصلا هیچ، شاید به قول شما اصلا اون 10,000 نفر، شاید 5,000 نفر هم پشتشون نباشه، اما این حس رو القا میکنن که ما یک خواسته ای رو داریم به عنوان نماینده ایران یا همون فارس ها. میفهمی؟ این چیزی یه ذره به قول معروف میتونه خارج از چیز باشه که شما نمیتونی نماینده همه ملت کرد باشی، اما میتونی نماینده اون همون 10,000 نفر کردی باشی که شما رو قبول دارن و این نمیتونه چیز غیر ناواضحی باشه. اما این چیزی که نه نه دیگه میتونی آقای نماینده کرد سامان، آخه نیستن. بازم دچار همین معذرت میخوام آقای هیدری، بازم دچار همین اشتباه شدید. اگر مثلا حامد اسماعیلیون یا معصومه علی نژاد خودشون رو نماینده معرفی میکنند، مگر کسی الان ما پذیرفتیم نمایندگی اونا رو که الان چون اونها میگن نماینده من بپذیرم که مصطفی هجری هم نماینده مردم کرده؟ یا چون اون اینجوری گفته حالا عیبی نداره اینم بگه؟ اصلا قیاس آخه این، این یعنی منظورم این اینه این خانم هانا، متوجه این برای نشدم اصلا منظورتون آره، این چیه. برای پذیرفتن نیست. من بهتون گفتم، شما خیلی جالب اشاره کردیم به اون حزب خرد. اون کسی میاد میگه من این پتانسیل رو دارم، خیلی راحت هم میگه، میگه من مقابله، من نمیتونم توی تهران کاری انجام بدم، قشنگ خودش میگه حرف خودش رو. اما در حالی که مثلا میتونم یه قسمتی از کردستان رو من سازماندهی بکنم، حالا نمیتونه، 10,000. غلط میکنه، دروغ داره میگه. ایشون در بهترین حالت نماینده دموکرات هاست، نماینده کرد نیست. یه مشت انسان گرسنه که رفتن یه مشت غذا بخورن دور بر مصطفی هجری، ها منابع مالی رو قطع کن، اینا هم نمیمونن. آقای سامان شما متوجه نمایندگی نیستی. من منکر نشدم عبدالله مهتدی، اتفاقا درخواست کردم عبدالله مهتدی دقیقاً باید بگه نماینده کمال است و اون 100 نفر 200 نفری که دور برشه، نماینده 10,000 نفر کرد نیست. تمام اونهایی که میشن کمال و دموکرات میرن در پوزیشن کمال و دموکراتیک قرار میگیرن، کرد نیستن دیگه. متوجه شدی آقای سامان؟ تفاوت اینجاست. احسن چیزی که یعنی بحث اتاق امشب بود دقیقا همینه. من نمیدونم حالا از اول بحث حضور نداشتید، توجه نکردید که در پایان به همچین نقطه‌ای دارید میرسید. یعنی خود عبدالله مهتدی و مصطفی هجری هیچ کدوم نمیتونه نمایندگی تام و تمام مردم کرد رو برای طرف مقابل قائل باشه. در واقع ساختاری که خودشون ایجاد کردن به عنوان همکاری احزاب، آقای مهتدی میره در تلویزیون BBC داره میگه که من حتی نمیخوام به عنوان نماینده کمل اینجا حضور داشته باشم، به عنوان نماینده مردم کرد میخوام بیام باشم. در همون قبلتر از این داستان جورج تاون که در یک گفتگوی تلویزیونی حضور داشت، تهش داره میرسه به اینجا که الان که داری میری اونجا، خود مصطفی هجری نمیتونه بپذیره اینو که شما نهایتا مال محل خودتونی. نمایندگی دموکرات فقط ها سوال حزب پیش میاد دموکرات خانم با هانا. منه و من این اختیار رو به تو نمیدم که همه اینا رو داشته باشی. بعد شما چه جوری میخواید بگید که اینا اوکی، نماینده مردم حرفتون کردن؟ منطقیه، حرفتون منطقیه، اما سوال پیش میاد. الان شما، من نماینده وقتی میتونم که یک انتخابات آزاد یا اما الان من مثلا به خاطر اینکه بفهمم آیا اون کسی نماینده هست یا نیست، شما از چه شاخصه هایی، از چه چیزی استفاده میکنید برای فهمیدن اینکه آیا آخه به اون شرط این، آخه عزیز من، به شرطی که من سیستم نمایندگی وکالتی رو قبول بکنم.
من سیستم نمایندگی وکالتی رو قبول نمیکنم. شما هنوز نفهمیدی. من دارم میگم که یک عده دارن قرق میکنن فضا رو. شما در ایران هیچ وقت یک ساختار باز رو نمیتونی تحمل بکنید. ببینید حرف من کاملا واضحه. شما در این ایران یه عده حزب رو میاری میگی فقط اینا کومله دموکرات، مثلا جبهه ملی، نهضت آزادی، مثلا حزب اعتماد، شما تعداد اینها میشه 40-50 تا. خب خارج از این دیگه نمیذاری کسی وارد این محفل بشه، قرق میکنی. مثل استیج های کلاب هاوسی یه عده کارشناسا متخصصا بیان بالا حرف بزنن. هیچ وقت نمیذارم من برم بالا اینا رو یقه کنم، برهنه کنم اینا رو استیج. اجازه میدی؟ امکان نداره در ایران شرایطی رو ایجاد بکنن که مجالی باشه همون مردمان عادی که تو میگی استعدادهای خودشون رو نشون بدن. امکان نداره، چون تمام اینهایی که به یه جایی رسیدن با رانت اونجان. عزیز با رانت اونجا. شما چرا متوجه نمیشی؟ ما ساختار وکالتی نمایندگی را قبول نداریم. هر کسی خودش بازنمایی میکنه. این متوجه شدی؟ حالا چگونه سیستمی از دل این در میاد اون داستان خودشو داره. اینجایی که من میگم مردم باید به تعین برسه، اونجاست که دیگه خودش رو در اختیار دیگران نمیذاره. نمیگه تو بازنمایی کننده اراده منی، در صورتی که معلوم نیست اراده این آقا چیه، معلوم نیست اراده این آقا چی هست اصلا. تو چطور میتوانی بازنماینده من باشی؟ ببینید مارکس یه بحث قشنگی میکنه در پاسخی که به این آنارشیست روسی میده. اسمش یادم رفته. آنارشیست روسی وقتی داره مارکس رو محکوم میکنه و مارکس اونجا بهش پاسخ میده که اصلا نماینده کیه و کی نمیتونه نماینده باشه و اینا میرن نمایندگی از کی میکنن؟ از شهوات خودشون، از امیال خودشون. اون مردم رو تا اونجا میخواد که این به اون پست دستش برسه. به محضی که دستش به اون پست رسید خودشو بازنمایی میکنه، اراده خودشو، میل خودشو، نیاز خودشو بازنمایی میکنه. متوجه شدی؟ مشکل شما اینه، بر یک بستری سوار شدید، این بستر رو گرفتی انگار هیچ ایرادی نداره و فکر میکنی خیلی درسته. اینجاست که من به شما میگم نمیذارن خلاقیت به وجود بیاد. امکان نداره در این ایران تحمل بکنن 1 ساعت چیزی به نام آزادی را. چون تمام این رانتخارها، ببینید شما وقتی فضا رو باز بکنی، شما وقتی مجال رو درست بکنی برای رقابت، دیگه این کیارستمی نیست بر سینمای ایران مثل بختک میفته، میکننش از جا، دورش میندازن. اصغر فرهادی رو میکنن میریزن تو فاضلاب. متوجه شدی آقا؟ اینا قرخ کردن فضا رو. متوجه شدی؟ فقط سینما نیست، هنر، آموزش و پرورش، دانشگاه، اقتصاد، بازار، سیاسته. من الان مثال واضح آوردم از روشنفکران دینی. طرف اگر نخواد به منو تو القا بکنه که ما مردمان شیعه هستیم و شرع برامون مهمه و او میتواند یک قرائت دیگری از شرع بکنه تا ما زندگی خوبتری داشته باشیم، طرف هیچ نمودی نداره دیگه، جایگاهی براش نمیمونه. طرف اگر نیاد نگه مولانا خیلی آدم مهمی بود، اون وقت تخصص ایشان در تفسیر و شرح مثنوی معنوی به در 2000 هم نمیخوره، هیچ کسی هم ازش نمیخره. متوجه شدی آقای صاحب؟ بله درسته جناب ایدری. این مثال هایی که شما آوردید در تمام حوزه ها صدق میکنه. حوزه سینما، حوزه هنر، حوزه اقتصاد، حوزه سیاست، در حوزه تجارت و بازرگانی، مثل راندخورهای حاکمیتی، صاحبان انحصار. طرف راند گرفته، مثلا انحصار وارد کردن گوشی موبایل دست اونه، هیچ کی دیگه نمیتونه گوشی وارد کنه.
طرف انحصار میگیره، فلان کالا رو انحصار وارد کردنش دست اونه. خب دقیقا وقتی فضای آزاد درست بشه، اینایی که الان به عنوان روشن فکر رو چه میدونم دستشون به یک سری رانت ها گیر کرده، طرف شده فضای سینما رو قرق کرده، طرف فضای چه میدونم روشن فکری رو قرق کرده، طرف فضای اقتصاد و سیاست و همه چیز رو قرق کرده، میان میکنن اینا رو. فضای آزاد اینا رو باعث میشه اینا دستشون به این رانتا و جایگاه و مقامی که الان رسیده نرسه دیگه. خیلی ها دیگه هستن از اینا باسوادترن، با استعدادترن، شکوفاترن، میتونن اینا رو بکنن، جای اینا رو بگیرن. پس طرف مجبور فضا رو تنگ بکنه، نمیذاره فضای باز. طرف وارد فضای باز نمیشه، مثل همون مثالی که آقای دیوید باس آورد. مخالف تغییرات هم هست. مصطفی هجری هیچ وقت نمیخواد پرش به پر ما بخوره، در یک فضای باز قرار بگیره، به عنوان رهبر حزب دموکرات بیاد بشینه با این فرمایشات شما رو میشه اینطوری هم گفت آقای حکیمی، ببریم به یه قرینه هایی که آشناس برای این مردم، الان خصوص برای کسانی که جدیداً یاد گرفتن نقد دین بکنن یا دین ستیزی بکنن. مثلا یکی از دلایل مخالفتشون اینه که چرا پیشرفت و دانش به سرزمین ما دیر آمد. مثال بیارن که چاپ گوتنبرگ بعد از 300 سال از چاپش اجازه داده شد به مراکز اسلامی وارد بشه، اونم به صورت چاپ سنگی. چرا؟ چون مراجع نمیخواستن که مردم با سواد بشه، نمیخواستن و میگفتن کفره ها. مراجع مخالفت میکردن با پیشرفت های جدید چون از پایگاه خودشان میترسیدند. خب همین حالا سیاسیون از پایگاه خودشون میترسن، اقتصادیون میترسن، آکادمیسین ها میترسن، همه میترسن، همه از یک رقابت آزاد میترسن. چرا؟ چون فاقد استعدادند. این احزاب هیچ کدام مبارز نیستن، دارای ایده نیستن، هیچ بنیانی ندارن، هیچ نیستن، فقط با در اختیار داشتن منابع و هرز دادن مردم و نابود کردن مردم ماندگاری یافته اند تا قرق بکنن فضای سرزمینی ما را. حالا میفهمیم آقا، حالا داستان رو میفهمیم. چرا نمیفهمید که اینا سرعت گیرای شما هستن؟ الان خوب داستان رو دیگه داریم میفهمیم. شما دیدید تمام هنرپیشه‌هایی که از ایران خارج شدن، هیچ کدامشون در هیچ جایی، در هیچ سینمایی جایی نیافتند، برای خودشون جایی ندارند. خانم گلشیفته فراهانی هم اگر افغان‌ها و پیکاکایی‌ها و پور سپاه قدس نبود، این دو تا فیلم افغانی کردی هم بازی نمی‌کرد. متوجه شدید؟ اینا استعداد نیستند. سینمای ایران ضرر میده، ولی چرا سینمای ایران هنوز برقراره؟ ضرر داره میده، چون در انحصار یه عده است و در خدمت یه سری کاره. شما در این مملکت نمیتوانی، اون سیستم حاکم نمیتواند باز بکند. اگه باز بکنه نابود میشه. تمام اینهایی که الان شما میشناسید و نامی در ایران دارند بینام خواهند شد، هیچ خواهند شد. آیا هیدری، واقعا اگر سیستم دموکراسی، همون سیستمی که الان شما شاید خیلی قبولش هم نداشته باشید، توی ایران حاکم بشه، مطمئنا شما بخوای یا نخوای یا اونها بخوان یا نخوان، شما میتونید جایگاه داشته باشید. یعنی وقتی که اگر سیستم درست باشه، سیستم همون سیستمی باشه که شما آیه هجری نباشه، آیه ایکس باشه، آیه مندلی باشه، آیه هر چیزی باشه، وقتی که سیستم درستی توی ایران پیاده باشه، شما
بخوای یا نخوای میتونی توش سهیم باشی. یعنی چیزی نیست که شما بگی چطور این اگر سیستم پیاده آقا حرف هم میزنی آخه کی همینه. این سیستم رو پیاده میکنه آخه آقای دقیقا سامان؟ حرف منم همینه. الان شما راجع به یه چیزی حرف میزنید، راجع به ایران حرف میزنید، مثلا سینمای ایران. وقتی که سینمای ایران وقتی شرایطش اینه، اینا انحصاری هستن، شما نمیتونین راجع به این حرف بزنید که من آزادی ندارم. شما میدونی که آزادی نداری، میدونی که نمیتونی هیچ جایگاهی داشته باشی. اما وقتی که این سیستم تغییر پیدا بکنه، در نتیجه تمام کسایی که مثل شما در حیطه خودتون، حالا سیاست باشه، حالا اقتصاد باشه، حالا فلسفه باشه، میتونه دخیل باشه و هیچ کسی هم نمیتونه مانع همین جریان باشه. یعنی این نمیدونم چیز خیلی واضحیه. من هدف آخه من شما به بازم به عنوان تمام جوانبش توجه نکردید آقای سامان، اتفاقا یعنی فقط از یک آخه زاویه. دقیقاً اجازه بدید براتون توضیح میدم. ببینید، اولا این چیزی که دارید میگید رو خب اول برید اینطوری فکر کنیم که چرا باید کسی که خودش همه چیز رو در قبضه داره شرایطی رو فراهم کنه که این انحصار و این قدرت از دست خودش خارج بشه و اون رو بین دیگرانی هم تقسیم کنه. اصلا به صورت منطقی این سوال رو بپرسید. یعنی شما یک فرضی رو دارید میگیرید که تقریبا میشه گفت فرض محاله، چون وقتی کسی یک همچین قدرتی رو داره، مگر اینکه یک قدرت بزرگتری در برابرش قرار گرفته باشه که بتونه اون رو ازش بگیره، وگرنه اون نمیاد خودش این رو به صورت خودخواسته تقسیم کنه یا شرایطی رو ایجاد کنه که تسهیل کنه حداقل حضور دیگرانی رو، مگر اینکه منافعش در یک سری جاهایی ایجاب کنه، مثل خیلی از این ژست های حقوق بشری که در اروپا دارید میبینید نسبت به پناهندگان و نسبت به اقلیت‌های مختلف، ولی در کنه قضیه و در بطن ماجرا اینطوری نیست. اما به هر حال مجبورن یک ویترین رو بخوان داشته باشن دیگه، پرزنت کنن به یک شکل دیگه. حالا اصلا شما میگید این بس انحصارها نباشه، یک فضای دموکراتیکی ایجاد بشه که همه این دسترسی رو داشته باشن، بتونن حضور پیدا کنن. اوکی، من این رو از شما میپذیرم. فرض رو بر این بگیریم که این همچین اتفاقی میفته. بیاید یک نمونه معمولی مثل سوشیال مدیاها رو در نظر بگیرید. یعنی یک زمانی رسانه روزنامه بود، مجله بود، تلویزیون بود که به هر حال این که شما بخواید دایر کنید، بخواید اجرا کنید، برنامه داشته باشید، دیده بشید، یک سری شرایط خاصی داشت که در اختیار همه قرار نمیگرفت. الان به مدد وجود اسمارت فون ها و اینترنت، هر کسی میتونه برای خودش از یک بچه 4-5 ساله تا هر کسی در هر جایی میتونه حرفش رو بزنه. ولی آیا همه به یک اندازه دیده میشن؟ چیزی که باعث میشه که شما دیده بشید، شما مخاطب پیدا کنید و بر اساس همون در همون فضای دموکراتیک وزن بگیرید، دوباره برمیگرده رو همون انحصارات و همون امتیازاتی که شما از جای دیگری میگیرید. منطقیه حرفتون، خیلی منطقیه. یعنی واقعا هم همین جوریه. اما اون چیزی که شما میگید مثل این میمونه که من الان راجع به استعداد چیزی نداشته باشم، هیچ حرفی برای نسل خودم و اون چیزایی که الان من چرا اومدم، چرا دوست دارم که توی این جمع باشم، چون همزمان که شما یه چیزی رو میگید یه چیزی هم یاد میدید، یا من همزمان وقتی که یه چیزی رو میگم یک افکاری رو منتقل میکنم. این چیزی مثل مبادله است. اما اون چیزی که مد نظر من هست به عنوان یک آدمی که اصلا شاید عقیده هم با خیلی کسا فرق بکنه، اینه که وقتی که شما توی یک سیستم، همچین سیستمی که شما میگید دموکرات، قرار بگیری، شاید اول نتونی، شاید دوم نتونی، اما مرحله سوم دقیقاً با این افکار نبوغی که دارید میتونی توی بهترین جا و بهترین نقطه جا پیدا بکنید. توی همون شما انگلیس زندگی میکنید، توی انگلیس شما فکر میکنید دموکراسی است، اما دموکراسی است واقعا؟ نه. یعنی این چیزایی که شما هی حرفشو میزنن با اون چیزایی که توی عمل هست خیلی فرق میکنه. به خاطر همین من عقیده دارم که دموکراسی میتونه راه حل باشه. چرا؟ چون من میتونم اینجا با شما حرف بزنم و هیچ الفاظی رو به کار نبرم و حرفای خودم هم بگم و شما هم در قبال این مسئولیت رو دوش خودتون میذارین که شاید خیلی حرفم غیر منطقی باشه، شاید برای شما جالب نباشه، اما همین یک حرف زدن باعث میشه که شما
توی این هیته قرار بگیری و بفهمی که واقعا دموکراسی یه چیزی نیست که همینجوری یه سری کشورها برای ما بذارن یا قانونش رو تداعی بکنن. دموکراسی چیزی است که واقعا باید نهادینه بشه، یعنی حداقل یک نسل لازمه بعد از اینکه اتفاق ایران عوض بشه یا ایران سیستمش عوض بشه به این همین دموکراسی، این یک نسل کامل لازمه تا این چیز نهادینه بشه. و شاید کاک پیمان نتونه، اما افرادی هستند که یاد دادن و افکار اون رو منتقل کردن بتونه سیستم ایران سهل دنیا رو عوض بکنه. من این افکار من شاید برای خیلی کسا قابل درک نباشه یا خیلی هم شاید بچگونه باشه، اما من همیشه دوست دارم توی جمعی وقتی دارم راجع به یک چیزی حرف میزنم همیشه قسمت منطقی قضیه رو بیشتر مد نظر قرار بدم تا اون چیزایی که توی فانتزی توی ذهنم هست و میخوام داشته باشم. به هر حال ما هم اگر فکر می‌کردیم که هیچ کاری نمیشه کرد اینجا حضور پیدا نمی‌کردیم، علیرغم اینی که امکانات ما بسیار محدودتر از اونهاییه که این انحصارات رو در اختیار دارن و تلاش خودمون رو هم میکنیم و این استعداد و خلاقیتی رو هم که دارید میگید سعی میکنیم که چاشنی کار بکنیم، ولی تو همین فضا هم یعنی وقتی میگم کسی نمیاد تقسیم کنه با شما، نمونهش الان همین حرفیه که شما امشب دارید میزنید دیگه. خیلی راحت شما میگید که چرا میخواید بقیه رو حذف کنید، چرا میخواید که مثلا دیگران اونها هم آخه بالاخره یک شما با جایی این هستن، یعنی نبوغتون خود به برام خود سواله. نه 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 خود به هانا خود خانم، این موانع رو بر سر راه یه چیز جمله چیزی هست که الزاما هر تساوی عدالت نیست. اوکی، شما هر چیزی که یعنی به هر کسی در حدی که نیاز داره بخواید بدید، به اینکه به همه به یک اندازه بدید دو تا چیز مختلفه. وقتی که دوباره یعنی برمیگرده دوباره تو همین داستان ها، ببینید ما یک سری چیزهایی رو مدام تکرار میکنیم، بحث میشه، یعنی این صحبت ها در فضا هست و ما ازش استفاده میکنیم بدون اینکه واقعا دقیق شده باشیم در خود مسئله. نمونهش همین چیزی که شما امشب راجع به نمایندگی و وکالت در واقع راجبش صحبت کردید، ما دیدیم همین واکنش رو چه شویی رو انداختن که البته با اون قسمتش من موافقم، نسبت به زمانی که این داستان وکالت میدهم آقای آرپی راه افتاد که نه این برای رعیت، حالا شکر خدا بالاخره 4 تا کلمه اینجا یاد میگیرن میرن جاهای دیگه میگن که ما در همین حد هم باز خوشحالیم که کتک نمیخورن بیشتر از قبل، ولی این شما رعیت‌های فلان هستید برید وکالت بدهید فلان کنید. اوکی، خب ته این کاری که شما الان دارید میکنید در این سیستم حزبیتون مگه چیه؟ خب شما وکیلت میشه آقای مصطفی هجری. طرف وقتی درکی واقعا از معنای وکالت دادن و نمایندگی نه نداره، مطمئنا خودش باید حضور داشته اون باشه، شخص تکون نمیشه میتونه. دیگه. آن خانم اون شخص، من میگم من آقای هجری، یعنی اگر من حرفا رو گوش میکنم حرفاشو گوش میکنه یا توی رسانه ها میبینم، آقای هجری یک نماینده است توی شرایط خودش توی وضعیت خودش. یعنی الان من وقتی که حرفاشون رو گوش میکنم مطمئنا شاید اگر من یک کسی هم شاید مثل خیلی کسای سیاسی هم بلد نباشم، مطمئنم خیلی بهتر با صلابت‌تر با قدرت‌تر میتونم اهداف خودم رو بیان بکنم. اما متاسفانه همون چیزی که شما میگین رانت، آره هست، وجود داره و توی با ما اومده چون ما از این سیستم خارج نبودیم. اما اگر سیستم یک سیستم دموکرات باشه، یعنی عمرن بتونه کسی مثل این آقا یا آقایان دیگر بتونن حق کسای دیگر رو پایمال بکنن، چون شما حق و حقوق مشخصه، شما اون موقع هویتت مشخصه، اون موقع شما میتونی که بگی من این آخه شما اصلا شرایط. تعریفتون از دموکراسی چیه آقای سامان؟ چرا فکر میکنید دموکراسی باشه خود به خود شما تعریف و هویت و همه چیت مشخصه؟ آخه دموکراسی همون چیزیه که به عنوان یک فرد، یک کسی، نمیگم آزادی، من با اصلا واژه آزادی من خیلی مخالفم، اما سیستم، چیزی که سیستماتیک باشه مثل دموکراسی که یک سیستماتیکه و شما میتونید یک باهاش سیستم بذاری. این چی بهتون بگم، مثلا توی یک مدرسه ای شما میای نهادینه میکنی از 0 تا 100 ماجرا رو،
اما من مثلا راجع به نه آزادی ببینید حرف آقای بزنم. سامان، بله. شما این بحث رو نمیدونی و نمیدونی بین عقلای قوم این بحث چطوری پیش رفته. دموکراسی مدل‌های مختلف داره. دموکراسی یعنی تو با یک مردم متعین شده سر و کار داری که خودشون رو اداره میکنن. و همین خاطر شما هم در هگل هم در روسو برمیخوری به این که برای یک قلمرو بزرگ شاید بشه در یک دولت شهر، در یک شهر کوچک دموکراسی مستقیم داشت، اما در یک قلمرو بزرگ نمیشه دموکراسی مستقیم داشت. نمیشه، بایستی نمایندگی کرد. اینو روسو بحث میکنه آقا جان. توجه دارید؟ شما هنوز خودتم نمیدونی منظورت چیه از دموکراسی. هیچ کدام از اینها هم تا حالا نتونستن موفق بشن اون هدفی را که به نام حاکمیت مردمه متحقق کنن. حرف مفته، حرف مفته. این نماینده بازی و انتخابات بازی همش حرف مفته. اینا نتونستن یه ساختار دیگری خارج از ساختارهای تعریف شده بنیادگذاری شده اروپا درست بکنن، همونو ادامه دادن. همون. وگرنه این بحث محل نزاع خیلی ها بوده. من امشب یه متنی البته در واقع چکیده ای از یک متنی رو خوندم، فکر میکنم بخونم اینجا پر بیراه نباشه. مهدی خلجی توییت زده که یک بخشی از کتاب تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسرویه که اینطور نوشته آقای کسروی: آزادیخواهان مشروطه چیزهایی از روی روزنامه‌ها و کتاب‌های اروپایی برداشته و فهمیده نافهمیده می‌نوشتند. چیزهایی را هم اروپا رفتگان از رویه زندگی اروپاییان یاد گرفته در بازگشت به ارمغان می‌آوردند و این یک آشفتگی بزرگی در کار پدید آورد. نتیجهش همین میشه که الان ما باهاش دچاریم. حالا شما فکر کنید یک نقطه‌ای که در یک تاریخی به عنوان اوج خودآگاهی ملی که اینا دیگه نمیخوان رعیت بشن و میخوان خودشون به این درک رسیدن، به خودآگاهی رسیدن، اصلا حتی آگاهی دیگران رو هم درست متوجه نشده که الان آورده اینجا داره باز تولید میخواد بکنه. اصلا نه مسئله اونه. بعد وقتی که میایم راجع به فمینیسم مثلا و زن سالاری، مرد سالاری و زن ستیزی صحبت میکنیم، بابا اصلا ربطی به سرزمین و شیوه زیستی ما نداره. این چیزی که شما دارید میگید این تحت اصلا نگاه جودو کریستیانیتی جنس دومه، نمیدونم تمام داستان آفرینش یهودیه و این چیزها. شما میبینید که نه همه در برابرش موضع میگیرن. چرا؟ چون بالاخره یک امکانات این وسط فراهم شده و عده زیادی دارن از این قبل ارتزاق میکنن. حالا یکی نان در میاره، یکی نام در میاره، یکی به هر حال هر کسی به نحوی. تهش هم اینه که اصلا راجع به موضوعی صحبت میکنید که نفهمیدن اصلا از روز اول، از خشت اولش که گذاشتن قضیه چی بوده، فقط همینجوری تکرار شده اومده. و چون به کسی هم که در این فضا حضور داره این روش تحلیلش رو و روش تشخیص و مطالعه رو هم یاد ندادن، طبیعتا اون هم با همون فرمت، همین ورودی ها رو، این داده ها رو میگیره، همون خروجی معیوب رو دوباره میده بیرون. طی این چند روز اگر برخورد کرده باشین، گراف های خیلی زیادی از وضعیت اقتصادی و که در واقع در قیاس دوره های مختلف ریاست جمهوری در دولت‌های مختلف نسبت به وضعیت اقتصادی، نرخ تورم البته غالبا روی قیمت دلاره تا اینکه حتی مسئله تورم رو داشته باشه. از یک مسئله به این بزرگی که در واقع متغیرهای بسیار فراوانی درش دخیلن، قالب تصاویری که شما می‌بینید قیاس بین یک بازه 18 ماهه دولت رئیسی، افزایش قیمت دلار از 25,000 تا 50,000 که امروز بوده، و دولت روحانی که ببینید در دولت روحانی مثلا از 3,000 رسید به 25,000، ولی اینجا از فلان رسیده به 50,000. در اونجا برجام بود اینجوری شد، در اینجا اینطوری بود. کسی اصلا نمیاد صحبت کنه آقا جان اصلا شما این سقوط ارزش پول ملی رو چرا فقط در این دو دوره میای بررسی میکنید؟ نهایتا میخواید چه نتیجه گیری کنید؟ باید بین روحانی یا رئیسی یکی رو انتخاب کنید. جبهه اعتدال یا جبهه پایداریه.
شما گزینه دیگه ای نداری. اصلا نمیتونی فکر کنی که عامل این وضعیت اقتصادی که درش هستی چه چیزیه در واقع. ببینید این دوتا تصویر رو شما دارید. نمونهش همون چیزیه که الان میگی گردش آزاد اطلاعات هم هست. اوکی، گردش آزاد اطلاعات هم هست. چه کسی این مسئولیت رو قبول میکنه و این تضمین رو هم میده که اطلاعات صحیح رو منتشر کنه، که حالا یکی از همون ارکانی که شما دارید در فضای دموکراتیکی که بهش معتقدید موجوده. همه اینها یعنی وابسته به خیلی نیروهای دیگری هم میشه. انقدر قضیه تک‌بعدی و ساده‌ای نیست که حالا شما فکر کنید دموکراسی میاد دیگه همه چی خوب میشه. در یک فضای دموکراتیک ما هم میتونیم به همون اندازه نقش داشته باشیم. اینی که شما چه پرسپکتیوی از موضوع دارید، چقدر نسبت بهش اشراف دارید، از چه فاصله‌ای اصلا دارید میبینید، تصاویر مختلفی رو به شما نشون میده و همین تصاویر مختلفه که شما رو به راه‌های مختلفی هم و به تصمیم‌های مختلفی هم میکشونه. ولی من با حرف شما خیلی خیلی موافقم واقعیتش. من بازم میگم هر کسی با توجه به اون توانایی یا سوادش، سطح درکش نسبت به موضوعات داره حرف میزنه و من هم شاید دقیقا همون مثل همون چیزی هست که من دارم راجبش حرف میزنم، اون امیال آرزوها، اون چیزایی که واقعا فکر میکنم به نفعه یا شاید درست باشه یا درست نباشه. دقیقا جنبه های زیادی داره و همه اینا داره سازماندهی میشه از هر طرفی. یعنی اگر شما من همیشه توی حرفام میگفتم حالا نمیدونم چقدر راسته یا درسته، میگفتم تمام دنیا رو 13 تا مثل میگم 13 تا نفر میچرخونن که کل دنیا رو داره به یه سمت و سوی میبره که دلشون میخواد. واقعا همیشه هم این عقیده رو دارم، توی پس مانده ذهنم این حرفه رو نمیدونم از کی شنیدم، همیشه این چیزا رو قبول داشتم که یک کسایی میان با توجه به همه امیال و همه چیزایی که ما تو ذهنمونه داره ما رو به سمتایی میکشونه. همون چیزی که واقعیتش هست، واقعیت ماجرا هست، اینه که من نسبت به شرایطی که مثلا مارکس تعریف میکنه یا سیستم کمونیستی باشه یا سیستم سرمایه‌داری یا کاری یا هر چیزی دیگه ای، من به نظر خودم شاید دموکراسی میتونه درمان درد این شرایط بد ایران باشه توی فلحال. اما بعداً شاید خیلی کسا بیان با خیلی افکار قوی و بتونن خیلی کارهای جالبی انجام بدن. اما کاش من همیشه میگم کاش من این رو ببینم و بعد اون که چه کسایی میان راجب من چی حرف میزنن، راجب اون افکاری که تو ذهن من دارن چی میگن، اصلا برام مهم نیست و دارم براش تلاش میکنم. شاید تلاش من بیهوده باشه، شاید تلاش من یه چیز به قول شما محال باشه، اما شما میام از نظر شما سود میبرم، دستتون در نکنه. واقعیتش هم شما هم کاپیمان هم دوستایی که دیگه اینجا هستن و همیشه میگن واقعا لذت میبرم از اینکه با همه افکارهای یا ذهنیاتی که اصلا شاید خیلی با هم دیگه جور نباشیم ولی داریم راجع به یک موضوعی بحث میکنیم و این برای من خیلی 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 قشنگه و دوست دارم که همیشه افتخار بکنم که کردستان یا همون کرد بودن من افراد اینجوری هستن که بتونن برای خودشون یک سیستم رو تجزیه و تحلیل بکنن، افکار یعنی ببینن، یعنی همون سیستم تجزیه و تحلیلی که شما راجع به حرفای دیگران که بدون دلیل نیست هر حرفی میزنه، مطمئناً همین چیزها باعث شده که الان خیلی افراد وقتی راجع به یک موضوعی حرف میزنن سعی میکنن از کلمات بهتری استفاده کنن، چقدر شاید نتونن، شاید این پتانسیل رو نداشته باشن. همین افرادی مثل کاکپیمان که خیلی شاید خیلی کسا راجع به کاکپیمان خیلی نمیدونم منفی حرف میزنن، نمیدونم اینجوری و اونجوری، اما من واقعا به شخص خودم هر کجایی هم باشه با افتخارم میگم من کیف میکنم. چرا؟ چون لازمه، این سیستم لازم اینه که ما یاد بگیریم هر حرفی، هر چیزی که میگیم بفهمیم که کجا، برای چی، در چه موردی حرف بزنیم. و در نهایت من بازم میگم شاید که میام بالا و
با دوستان حرف میزنم، بیشتر به خاطر اینه که لذت میبرم، دوست دارم بحث بکنیم و به یک جایی برسیم، مهم نیست کجا، اما همین بحث برای من کافیه و همون تبادل نظر و خیلی چیزایی که یاد میگیرم، مثال هایی که میزنن، چون من کارپیمان ماشاءالله راجع به هر چی حرف میزنی یک مثالی رو داره، یک چیزی رو داره که به شما القا بکنه که بتونی بیشتر تصویر سازی بکنی. دستتون در نکنه، وقتتون بخیر، زنده باشین، امیدوارم موفق باشین. واقعا من با این افکاری که من میام تو این جمعه حرف میزنم، شاید خیلی خیلی کسا هیچ موقع جرأت اینو نداشته باشن، چون واقعا سخته تو این افرادی که اینجا قرار دادین حرف بزنم و من هم با هر بار اومدم و هر بارم شکر خدا هیچ سعی نکردم که خودم رو به اون حالت برسونم که یا انقدر نفهم باشم که چیزی متوجه نشم و سعی کردم خودم رو به شما نزدیکتر بکنم توی هر حالتی. زنده باشید، موفق باشید، کار من دستتون در نکنه. دست چاود خوش به زور زور سپاس، شبکی خوش. پس یاران فکر کنم دیگه نوبت ما هم رسید. شبتون بخیر. دوباره من میخواستم آقای ایدری در مورد یه چیزی، وقتی شما یا ما داریم این رؤسای ایران سیکولار جدید رو نقد میکنیم، سریع میپرن روی این که شما چرا ایرانیت رو میبرن زیر سوال. امروز در مورد همین حرفایی که داشتی در مورد این تعریف میکردی ایرانی کوروش بودگی و نمیدونم اینا رعیت بودگی، توی پیجی هست اسمش UK گشت تو بریتانیا است. بعد یه استوری گذاشته بود، اسم شما رو نیاورده بود یا مثلا اسم آخذ رو، میگفت مثلا یکی به فاشیسته نمیدونم اینا داره ایرانیت رو میبره زیر سوال و ایرانیت بزرگ و نمیدونم پادشاهان. بعد آخرش نوشته بود این فیلمو مثلا برای شما میذارم. یه فیلمی بود از عکس و فیلم های کوروش کویرشون و اینا. واقعا چیز جالب، میخواستم ازش عکس بگیرم ولی متاسفانه موقع یادم رفت که به سرم برای یارانم بخندنش. اوکی، در مورد این آقای سامان هم دیگه، آقای سامان تو باید اینجا لوژیک شما، منطق شما در مورد نمایندگی یه مردم رو بگید، بعد بگی مثلا نمایندگی چطوریه اینا. اصلا من ببین دموکراسی هم تو اروپا مثلا میگن نسبیه، مثلا تو سوئد و نروژ بیشتره، تو مثلا یه جای دیگه تو جرمنی کمتره، اونجا زیادتره. بعد وقتی آقای عبدالله مهددی و نمیدونم مصطفی ایجی رو اینا رو میاری مثالا، یا این 16 صفر کیلومتر ایران شهری ها، شما حتی به این قیاس دموکراسی اینا در یه انتخابات شفاف نیومدن بیرون. بهترین حالتشون مثل همون آقای 16 300 تا 1000 خشتک بود یه چیزی جوری بود. این نمیشه نماینده حتی به این مفاهیم و قیاس دموکراسی. بعد این آقای عبدالله مهددی، ببین فرق داره. شما قیاستون به ما مثلا میگی ما حزب سیاسی نیستیم که بریم تو پارلمانت بعد یه پاکیج داشته باشیم براش نفر جمع کنیم. فرق میکنه. مثلا لوجیک ما در مورد کرد نسبت به ما یه چیز بدیهی نیست، یه چیزی مثلا هویت وجودی است. فرق داره. ما به خاطر این از حوزه مردم داریم ادعا میکنیم که خود مردم هستیم، چون ما هیچ انتظاری از هیچ کی نداریم مثلا پاکیج ما رو فالو کنه. ما ایستادیم روی هویت خودمون، سرزمین خودمون، بعد تعریفمون داریم برای این هویت و سرزمین. یه چیز کاملا متفاوت است. به این احزاب یارو یه پاکیج داره در یه سیستم دموکراسی میخواد بره، بعد عضو جمع کنه براش کدومشون براشون جالبه. یارو مثلا میتونه اسم خودشون بذاره حزب خران کردستان، مثل همونی که شما مثال رو آوردی، یا حزب مهندسان مثلا بولکان یا مهاباد. اوکی، ولی هیچ وقت نمیتونه
به عنوان حزب فلانی کرد، چون این کرد بودن یه پاکیج حکومتی نیست شما ببرید. یعنی اگه منظور شما اینه اینا میتونن این احزاب به نمایندگی این اقلیتی که اصلا وجودی نداره، اینا در یه کشمکش سیاسی و مسلحانه اومدن بیرون، بعد که از اولم گفتم اینا هیچ وقت توی اصلا به این قیاس دموکراسی از یه انتخابات شفاف نیومدن بیرون، هیچ وقت نمیتونن نمایندگی یه مردمی باشن، بعد نمایندگی هویتی و سرزمینی. اینا که اگه تو حکومت هم مشارکه بکنن شایدم یه سری امتیاز برای خودشون گیرشون بیاد زیر نام این کرد، بعد ما این رو قبول نمی کنیم، به خاطر این داریم لهشون میکنیم. مثل این که تو اقلیم کردستان افتید، اینها خودشون رفتن تو. آقای آکام اگه صدای منو داری، شما صداتون قطع شد. بله ایشون باگ خوردن، امیدوارم صدای ما رو بشنون که قطع شدن. دوستان دیگه‌ای که در استیج هستن که اگه کامنتی دارن خیلی وقت حرف نزدن تا آقای آکام. بله آقای آکام مایکتون برگشت. آقای آکام شما صداتون قطع شد حدود 20 ثانیه پیش. اگه الان صدای من داری بفرمایید. آره بله دیگه بفرمایید. دیر آقای علی جناب، منم میخواستم دیگه همون قیاس رو به آقای سامان بدم در مورد خودمون یا آخذ یا سرزمین کردوار، به تفاوت ما به احزاب یا اونایی که زیر نام کرد دارن مبارزه چه بدونم سیویل سوسایتی اینا میکنن دیگه. منم حرفی ندارم، شبتون خوش باشه، امیدوارم همتون خوب باشید. مرسی، شب. خواهش میکنم. مرسی از شما بابت مشارکت در بحث. خب دوستانی که اگه کامنتی دارن، خیلی وقت حرف نزدن. آقای سعید نمیدونم کامنتی دارید یا دوستان دیگه بفرمایند. اگرم نه کسی که دیگه حدودا ساعت 2 فکر نکنم تمایلی به مشارکت در بحث داشته باشن. آقای حیدری هم که خسته هستن زحمت کشیدن تا این موقع با ما بودن. اگه کامنتی نیست که یواش یواش روم رو به پایان برسونیم. آقای اکو تشکر از شما. منم کامنت خاصی نداشتم، متاسفانه من مشغول کار بودم نتونستم در بحث شرکت کنم، ولی خب بینابین گوشم با شما بود. اتاق رو قشنگ ایده تحلیل کردن این صحبت ها رو. تشکر میکنم ازتون. عذرخواهی میکنم آقای آکو اگر نتونستیم همکاری کنیم زیاد. خواهش میکنم لطف دارید. مرسی از شما. خانم هانا شما اگه کامنتی یا واسه جنبندی چیزی هست میخواید بگید و اگرم نه که فکر کنم دیگه روم رو یواش یواش ببندیم. بله ببندید آقای حکیمی. مرسی. خواهش میکنم جناب ایدری، ممنون زحمت کشیدید که تا این وقت با ما بودید و بحث رو تفسیر و تحلیل کردید. دست همه دوستان درد نکنه، زحمت کشیدن در بحث شرکت کردن و دوستانی که در آدینس دنبال کردن. شب همگی خوش. من با اجازه روم رو میبندم.